عنوان با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در میآوری، ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی دنیا را بیشتر میبری. داستان چیز دیگه است. نویسنده هدیه فروزان. تهیه و تنظیم قاسم قرداغی. انتشارات آوای بوف. سال انتشار 1404. اجرا نسیم. تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com این کتاب را به ملت ایران و به ویژه خانواده‌های دادخواه عزیز و زنان سرزمینم که درس شجاعت و استقامت از آنان فرا گرفتم و به نسل آینده‌ای که لازم است حقایق را بدانند تقدیم می‌کنم. اسامی این مجموعه کاملا تصادفی انتخاب شده است. بعضی از جزئیات داستان واقعی است و نه همه آن. سخن ناشر. ای مخاطب اندیشمند و آزاداندیش، این کتاب برای توست، برای قلبی که هنوز می‌تپد، برای ذهنی که هنوز می‌جوشد و برای روحی که اسیر قفس سنگین سکوت نشده است. داستان چیز دیگه است از قلم هدیه فروزان، صدایی است که از اعماق تاریک ترین زخم‌های تاریخ معاصر ایران برخاسته و در قامت کلماتی زنده جان گرفته است. آنچه پیش روی شماست تنها یک روایت نیست، بلکه فریادی است که از گلوگاه زنی برخاسته که شاهد حقیقت‌های تلخ و برهنه‌ای بوده است که بسیاری در خفا آن را می‌دانند اما جرأت بیانش را ندارند. این اثر نه فقط یک داستان، بلکه سندی است بر رنج‌های یک ملت، زخمی است که با هر ورق این کتاب بازتر می شود و شعله‌ای است که در تاریکی بی‌عدالتی‌ها شعور و شجاعت را فرا می خواند. هدیه فروزان در این کتاب زنی را به تصویر می کشد که فرزند خفقان و قربانی سنت‌های تحمیلی است که در طول سالها از دل تعصب‌های مذهبی، پدرسالاری و ظلم حکومتی سر برآورده‌اند. این اثر پرچم اعتراض علیه سیستمی است که به جای آزادی بندگی تحمیل می کند، علیه جامعه‌ای که در حصار خرافات و جهالت به حال خویش رها شده و انسان را به ابزاری برای توجیه قدرت مبدل کرده است. داستان چیز دیگه است، تنها داستان نیست. این کتاب دردنامه است. روایت زندگی دختر یک روحانی که زندگیش از ابتدا در سایه خشونت‌های روحی و جسمی، تحمیل عقاید پوسیده و محدودیت‌های ناگفته سپری می‌شود. نه فقط بازگو کننده یک تجربه شخصی، بلکه آینه است که واقعیت جامعه‌ای اسیر را در آن می‌بینیم. در این کتاب نویسنده نه تنها از جبر تاریخی و خانوادگی میگوید، بلکه با شجاعتی تحسین برانگیز به نقد دینسالاری و تمامیت خواهی حکومتی میپردازد که همواره آزادی را قربانی بقای خویش کرده است.
در طول این صفحات با حقایقی روبرو می‌شوید که گاه تلخ‌تر از زهرند، اما همین تلخی است که طعم حقیقت را آشکار می‌سازد. از خشونت‌های خانگی که در لوای مذهب توجیه می‌شوند تا سرکوب زنان، تحمیل ایدئولوژی و تفسیرهای مردسالارانه از متون مذهبی، همه در این اثر فریاد می‌شوند. این داستان نه تنها صدای زنی معترض، بلکه ندای خروش یک ملت است که دیگر تحمل استبداد و خفقان را ندارد. داستان چیز دیگه است، صدای نسلی است که در چنگال رژیمی دین مدار گرفتار آمده و بهای آزادی خواهیش را با خون و شکنجه پرداخته است. نسلی که زخم خورده اما استوار است. نسلی که اگرچه خم شده اما هرگز نشکسته است. در جای این کتاب نویسنده با قلمی شاعرانه و بیانی صریح رنجهایش را بازگو می کند و به ما یادآوری می کند که سکوت بزرگترین خیانت به انسانیت است. این اثر تنها یک کتاب نیست، بلکه مشعلی است که راه تاریک عدالت‌خواهی را روشن می سازد. در هر سطر آن جرقه‌هایی از امید، شجاعت و مقاومت می درخشد. هدیه فروزان در مقام زنی شاعر و مبارز کلماتی را می نویسد که از جانش برخاستند. کلماتی که در هر ضرب قلمش خشم و اعتراض را فریاد می زند. هرچند این کتاب از زخمها و دردها سخن می گوید، اما در لابلای این زخمها بذرهای امید و مقاومت نیز کاشته شده اند. امید به آینده‌ای که در آن عدالت پیروز شود و مقاومت در برابر هر گونه بی‌عدالتی. این کتاب برای نسل آینده است که لازم است حقیقت را بداند و از گذشته درس بگیرد. هدیه فروزان این اثر را به خانواده‌های دادخواه، زنان مبارز و تمام آنانی تقدیم کرده که با شجاعت و استقامت علیه استبداد و خفقان ایستاده‌اند. انتشارات آوای بوف با انتشار این کتاب بار دیگر تعهد خود به آزادی اندیشه و بیان و مبارزه با سانسور و خفقان را اعلام می‌دارد. این اثر پیامی است به جهان که مردم ایران هرچند در بند اما آزاداندیش و سربلندند. هرچند سرکوب شده اما استوار و شکست ناپذیرند. خواننده عزیز، این کتاب را بخوان، با آن بیاندیش و به دیگران منتقل کن. باشد که این اثر قطره‌ای باشد در دریای مبارزه برای آزادی و گامی باشد در مسیر شکستن زنجیرهایی که بر دست و پای حقیقت و عدالت بسته شده است. قاسم قرداغی، انتشارات آوای بوف. سخن نویسنده با مخاطب. با درود و عرض ادب و احترام خدمت دوستان و خوانندگان این مجموعه. اثر پیشرو داستان زندگی دختر یک آخوند می باشد که از دوران کودکی تا به هنگام ازدواج و ماجراهای بعد آن را بازگو می کند. از خشونت‌های روحی و جسمی که بر او و خواهرانش و تنها برادرش از سوی پدر سید و روحانیش می گوید. از دردها و رنج‌هایی که گوشه‌ای از آن را در جریان جنبش زن زندگی آزادی شاهد بودیم. که از طرف روحانیون و افراد مذهبی و بسیجی به زنان توهین و فحاشی نمودند و گاهی کارشان به ضرب و شتم دختران و بانوان هم رسید. شاهد قتل مردان و زنان بیشماری بودیم. بازداشت کردن و تهدید نمودن افراد، آزار روحی و جسمی بازداشت شده ها از جمله خانواده های داغدار و داغدیده، دادن وعده و وعید دروغین مبنی بر آزادی و رهایی از اعدام، گرفتن اعتراف اجباری و دروغین از افراد بازداشتی، دادگاهی کردن و اعلام جرم علیه آنان، دادن اتهامات سنگین و دروغین، کور نمودن افراد بیگناه، شلیک مستقیم به انسانهای بیپناه و دست خالی. در چنین شرایطی از کشته شدن کودکان، زنان و مردان غزه میگویند. از کشتار وحشیانه خود حرفی به میان نمیزنند. در اینجا مجالی برای بحث جامعه شناسانه و سیاسی در مورد عملکرد اسرائیل و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن نیست.
تنها اشاره ای می کنم به حمله حماس در 7 اکتبر و کشتاری که به راه انداختند و در نهایت با واکنش اسرائیل و ارتش آن روبرو شدند. حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و هشت شعبی عراق همگی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به شمار می روند. جمهوری اسلامی آنان را تغذیه می کرد. حمایت مالی می کرد. انواع موشک‌ها و سلاح‌ها را به آنها می رساند. سوخت رایگان به آنها تحویل می داد. تا جایی که فرد ایرانی در زجر و سختی و مضیق زندگی می کرد. در واقع به جای تدبیری برای مدارس فرسوده، بیمارستان‌های ناایمن، فرونشست‌ها، فقر، گرانی، کم آبی، زنان بی سرپرست و بد سرپرست، آلودگی هوا و هزاران مشکلات و معضلات در ایران به فکر جنگ و جنگ افروزی هستند. به فکر نابودی اسرائیل هستند. ولی شاهد بودیم هر که با اسرائیل در افتاد ور افتاد. علت این حجم یهودی ستیزی در اسلام و قرآن چیست؟ که به صراحت از کشتن آنان صحبت می کند. علت این حجم زن ستیزی در قرآن چیست؟ زنانتان را کتک بزنید. مردان بر زنان مسلط باشند. مردان بر زنان برتری دارند. زنان شما کشتزار هستند. از هر کجا که خواستید وارد شوید. دیگه زن کمتر از مرد. حیوان خطاب کردن زن. زن را در کنار دام و کشتزار و غیره می آورد و او را از دارایی های مرد می داند. ناقص العقل خطاب کردن زن. ناقص الایمان بودن زن به جهت پریود شدن او. ناقص الارث بودن. نداشتن هیچ حق و حقوقی. مطیع و فرمانبر بودن زن از شوهر. با این راهکارهای اسلامی که بنیان خانواده سقوط کرد. کودک همسری، ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی، اقدام به قتل زن برای مهریه ندادن و غیره. به گفته روح الله خمینی، حفظ نظام از اوجب واجبات است و باید برای حفظ نظام حتی شده واجبات دین را تعطیل کرد. از جمله فریضه نماز، روزه گرفتن، حجاب زنان و نوشیدن مشروبات. در بخش دیگری از سخنانش به صراحت میگوید حفظ نظام از اوجب واجبات است. اگر در یک سمت نظام و در سمت دیگر امام زمان باشد، امام زمان را باید فدای نظام کنیم. با حرفهای او به فکر فرو نمی روید؟ پس قدرت خدا چه می شود؟ خدا وجود دارد یا نه؟ به چه دلیل امداد غیبی به کمک امام زمان نمی رود؟ به چه دلیل امام زمان ظهور نمی کند؟ امام زمان وجود دارد یا نه؟ اگر حق الناس وجود دارد، چرا حکومت حق ملت ایران را می‌خورد؟ چرا مال یتیم می‌خورد؟ چرا برق، گاز، آب و دیگر منابع که حق تک تک ایرانیان است و حق نسل آینده به دیگر کشورها می‌دهد، آن هم رایگان؟ روز قیامت وجود دارد یا نه؟ اگر روز قیامتی است، فقط مردم عادی باید جوابگوی کارهای کرده و نکرده خود باشند یا مسئولین هم باید جوابگو باشند؟ دادگاه عدل الهی فقط برای مردم ستم دیده از این حکومت است یا برای حکمرانان هم هست؟ عبور از پل صراط فقط برای افراد معمولی جامعه است؟ پل صراط وجود دارد یا نه؟ آن بهشت و جهنم چی؟ اگر خدایی وجود داشت، این آخوندهای حکومت و سران نظام از ترس خدا یک سیلی هم به صورت کسی نمی زدند، چه برسد به اینکه بیگناهی را بالای دار ببرند به دلیل حضور کوتاهش در تظاهرات یا حتی عبورش برای خرید مایحتاج منزل در همان شب. قتل حکومتی به خاطر بیان نظر شخصی، قتل حکومتی به خاطر رقصیدن، قتل حکومتی به خاطر نخواندن سرود سلام فرمانده، قتل حکومتی به خاطر بوق زدن، قتل حکومتی به خاطر کمک به مجروحان، قتل حکومتی به خاطر حجاب و پوشش اختیاری. بعضی از همین آخوندها از سال 1357 تا به حال فرزندان خود را هم به قتل رساندند و حتی دستور اعدام آنها را داده‌اند. قتل‌های ناموسی که توسط مذهبی‌ها صورت می‌گیرد، خشونت‌هایی که در خانواده‌های مذهبی وجود دارد.
این جماعت وحشی از مذهبیون که در جامعه دست به خشونت و وحشیگری میزنند، در خانوادگشان چه برخورد زننده‌ای با همسر، دختر، خواهر و حتی مادرشان خواهند داشت؟ چرا اسلام که دین کامل و حقی است دارای این همه فرقه است؟ چرا گروهی اهل سنت و گروهی دیگر شیعه هستند؟ و جالبتر این که هر کدام گروه دیگر را ملحد و کافر می داند. داستان چیز دیگه است. سلام. من زینب السادات بنی حکیم، دختر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید کریم بنی حکیم هستم. قصد دارم از زندگی و تجربه خودم در رابطه با فرزند یک آخوند بودن برایتان بگویم. در سال 57 چند ماهی قبل از آن اتفاق شوم و نامبارک برای ایران و ایرانی، پدر من در فکر رفتن به حوزه علمیه بود. پدر بزرگ و مادر بزرگم هم موافق بودند و او را در این امر تشویق می کردند. پدرم فرزند ارشد خانواده بود و بعد از او به ترتیب عمو رحیم، عمو حبیب، عمو سعید، عمو محمد، عمه سعیده. مادرم نرگس زرین 14 سال داشت. او فرزند دوم و دختر اول خانواده بود. برادر بزرگترش محمد، برادر کوچکترش علی و فرزند آخر خواهرش زهرا که گاهی او را زری هم صدا می کردند. مامان نرگس به توصیه مادرش در کنار تحصیل به منزل اعظم السادات به منظور یادگیری و آموزش خیاطی می رفت. به گفته مامان نرگس به غیر از او 3 دختر دیگر هم به آنجا می آمدند. پدر بزرگ و مادر بزرگم با پدرم در مورد ازدواج صحبت کردند که تو نزدیک 18 سالت است و باید به فکر زن و زندگی باشی. اگر بخواهی با آشنا وصلت کنی، دختر عمویت، دختر داییت، دختر خاله‌ات و دختر عمه‌ات هر کدام را بگویی همین فردا می رویم خواستگاری. پدرم هم سکوت کرده بود. در این هنگام حاج سید مجید پدر بزرگم می گوید: حاج خانم، از این چند نفر دخترانی که می آیند برای خیاطی کسی مناسب پسر رشید و شیرمرد ما نیست؟ مادر بزرگم گفت: چرا به فکر خودم نرسید؟ اول خودم می روم صحبت می کنم. اگر جواب مثبت باشد سید کریم من هم به امید خدا سر و سامان می گیرد. پدرم گفت: هرچی خدا بخواهد. من راضیم به رضای خدا. چند روزی کار مادر بزرگم این شده بود که به خانه‌های یکایک دخترها می رفت و از پدرم می گفت که کریم پسر ارشدم قصد ازدواج دارد. حدود 18 سالی دارد. نزد پدرش در کفاشی مشغول به کار است. پسرم می خواهد به حوزه رود و طلبه شود. من 5 پسر و 1 دختر دارم. دختر شما را برای پسرم خواستگاری می کنم. 2 نفر از دختر خانم ها خواستگار داشتند و یکی از آنها هم قرار بود به دلیل شغل پدرش شهرستان برود. مادر بزرگم به منزل حاج رمضان زرین رفت و با لیلا خانم صحبت کرد و همان حرفهای فوق را تکرار کرده بود و این چنین از مامانم خواستگاری کردند. آقا جون رمضان معلم بود. هر دو خانواده موافق این ازدواج بودند. آقا جون رمضان و مامان جون لیلا از اینکه داماد آیندهشان سید است و تصمیم دارد آخوند شود خوشنود و راضی بودند. فقط خواستهشان این بود که نزدیک امتحانات پایان سال است. نرگس جان امتحاناتش را بدهد و ماه مرداد که ماه رمضان است بگذرد و به امید خدا بعد ماه رمضان محرم شوند. مامانم امتحاناتش را با موفقیت گذراند. ماه رمضان گذشت. نوبت به آماده کردن و خرید و تدارکات برای عقد بود. در آن زمان عقد و عروسی ها در منازل بود. حتی لباس عروسی یکی از آشنایان و فامیل بود. آرایش عروس را هم یکی از بستگان می کرد. گاهی اوقات هم مادر شوهر انگشتر یا گردنبندی را که آن هم توسط مادر شوهرش به او داده شده بود به عروسش می داد و می گفت تو هم این را به عروست بده. مامان نرگس در روز عقدش که در ماه شهریور بود لباس عروسی خاله اش که 6 ماه قبل از او ازدواج کرده بود را پوشید. آرایش او را دختر همسایه کرد. حیاط خانه بزرگ بود. فرش‌هایی را در حیاط پهن کردند و صندلی و میزها را هم چیدند. در ساختمان هم صندلی و میز گذاشتند و میوه و شیرینی.
در بزرگترین اتاق منزل سفره عقد چیده شده بود که در آن قرآن، آینه و شمعدان، شمع‌های روشن، نان و پنیر و سبزی، تخم مرغ، بادام، گردو، فندق، انار و سیب، شاخ نبات، نقل، شیرینی، سکه‌های طلا، عسل، گلاب، کله‌قند، اسپند، پارچه‌های ترمه و قلمکاری در گوشه سفره، مقداری گندم و جاحلقه‌ای که با خوش سلیقه‌ای با روبان و تور و مروارید و منجوق مزین شده بودند. به هر صورت با ورود عاقد صیغه عقد دائم پدر و مادرم جاری می شود. مهریه مامان نرگس 1 جلد کلام الله مجید، آینه و شمعدان و 14 سکه طلا. در رابطه با مهریه این توضیح را بدهم با وجود اینکه در قباله ازدواج مهریه را عندالمطالبه می نویسند و مرد و خانواده او با صراحت دوباره و چندین باره به عندالمطالبه بودن مهریه اشاره می کنند، اما در موقع طلاق خلف وعده می کنند و از دادن مهریه صرف نظر می کنند. گرچه بعضی از خانم‌های عزیز توانستند مهریه خود را بگیرند، ولی با سنگپرانی آخوندها و نظام و حکومت و نمایندگان مجلس و آوردن قانون‌های جدید کاری کرده اند که خانمی که در زندگی مشترک تحت فشار و آزار و اذیت روحی و جسمی شوهرش بوده است، به اجبار و آن هم به دلیل سلامتی روحی و جسمی خودش و اینکه دیگر ریخت و قیافه شوهر نامرد و خیانتکار خودش را نبیند، به طلاق توافقی دست میزند که در همین طلاق توافقی هم برد با مرد است، همان گونه که در دادگاه‌های خانواده جمهوری اسلامی از همان قدم‌های اول تا آخر آن برد با مرد است. یادمان نرود در جامعه مرد سالار زندگی می‌کنیم. این مردان به ظاهر مرد در دادگاه دروغ‌هایی را به زبان می‌آورند و دادگاه هم حرف‌های آنان را تایید می‌کند. در کشوری مرد سالاری زندگی می کنیم که به حق و حقوق زنان توجه نمی کند. مرد از دادن مهریه و نفقه اجتناب می کند و دادگاه هم به فکر آن زن نگونبخت نیست که بعد از این در کجا زندگی می کند. حال این که زن در منزل پدریش به سر ببرد، اما با شماتت‌ها و آزارهای زبانی خانواده خود، پدر، مادر، برادرها و خواهرهای خود مواجه می شود. خصوصاً اگر شاغل هم نباشد. کسی را می شناسم که به دلیل کتک‌های شوهرش ستون فقراتش انحنا و التهاب دارد و با کمردردهای شدید، پادرد و زانودرد، بدن درد و دردهای پی در پی عضلات توان کار کردن ندارد. برای کارهای روزمره و روزانه خودش با مشکل روبروست. کارهای شخصی خودش را به سختی انجام می دهد. فیزیوتراپی و ورزش‌های مناسب کمر را انجام داده ولی نتیجه ای نداشته است. چه با مدرک پزشکی قانونی، دال بر دست بزن داشتن شوهر وارد دادگاه شوی، چه بدون آن، همه چیز به نفع مرد است و ضرر و زیان را زنان می کنند. و این اجازه را دین و مذهب می دهد. اگر در دستت مدرک پزشکی قانونی داشته باشی، قاضی دادگاه میگوید بر طبق قرآن نافرمانی کردی و شوهرت تو را کتک زده است. زن باید مطیع و فرمانبر شوهرش باشد. داخل پرانتز، داشتن مدرک پزشکی قانونی برای ارائه به دادگاه برای اذعان به مجرم بودن شوهر الزامی است، ولی کافی نیست. چرا که دروغ‌هایی در دادگاه از زبان مرد میشنوی. به عنوان مثال اینکه خانم من روانپریش است و قرص اعصاب میخورد. او خود زنی کرده است. یا این مدارک جعلی است. یا من کتکش نزدم. هرچه خانم در دادگاه بگوید من خودزنی نکردم. من سالم و تندرست از خانه پدری به خانه تو آمدم. من شاداب و پر انرژی در منزل مشترکمان با تو زندگی کردم. تو با کتک‌هایت، خیانت‌هایت، پنهانکاری‌هایت، اخلاق و رفتارهای جنون‌آمیز مرا به این روز کشاندی که شب تا صبح و صبح تا شب گریه کنم، افسردگی بگیرم و قرص‌های اعصاب و روان و آرام بخش مصرف کنم. همین یک نمونه از جریان‌هایی بود که در دادگاه‌های خانواده اتفاق افتاده است. در قباله ازدواج موارد مهریه را به این شرح می‌نویسند: 1 جلد کلام الله مجید، آینه و شمعدان، چند عدد سکه، بهای منزل مسکونی و غیره که هیچ کدام را به زن نمی دهند. از همان کلام الله مجید هم نمی گذرند و بر می دارند. آینه و شمعدان و غیره را هم به زن تحویل نمی دهند.
پس چرا در قسمت مهریه مشخص شده ثبت و ضبط می شود و در هنگام خوانده شدن صیغه عاقد می گوید دوشیزه خانم فلان، آیا وکیلم شما را به عقد دائم آقای فلان با مهریه مشخص 1 جلد کلام الله مجید، آینه و شمعدان و غیره درآورم. عزیزانم، همه اینها از خدعه و تقیه و نیرنگ می آید. همه اینها از دین اسلام است که بوی متعفن دروغ و خیانت دارد. به مرد اجازه خیانت می دهد، جامعه را به فقر، فساد، فحشا و تباهی می کشاند. فروپاشی خانواده ها، خشونت و درگیری و قتل های ناموسی، زن و شوهر را به جان هم می اندازد و کدورت بین خواهران و برادران بر سر ارث و میراث. به بقیه ماجرا برگردیم. آقا جون رمضان و مامان جون لیلا غذایی را هم آماده کرده بودند. همه مهمانان را به منزل همسایه برای صرف شام راهنمایی کردند. پدرم تحصیلات حوزوی خودش را آغاز می کند و در این رفت و آمدها به حوزه با توجه به اوضاع و شرایط کشور با دوستان طلبه و غیر طلبه اش در تظاهرات‌ها و ناآرامی‌ها شرکت می‌کردند و شب هنگام شعارنویسی بر دیوارها را انجام می‌دادند. گاهی هم به حوزه نمی رفت و همگی در خانه ای از دوستانش جمع می شدند و از رادیو BBC سخنرانی آیت الله روح الله خمینی را گوش می کردند. گویا امام زمان خود را یافته بودند. چنان محو سخنانش می شدند که حتی از قوه تعقل خود استفاده نمی کردند که حرفهای روح الله خمینی منطقی و عقلانی است یا نه. پروپاگاندای انقلابیون آن زمان به ثمر رسید. سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی و همچنین بی اطلاعی و سواد کم مردم نقش بسزایی در اوج گرفتن انقلاب یا شورش و یا هر اسم دیگری که بر آن بگذاریم داشت. پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلامی از سال 1357 تا به امروز ادامه دارد. چند باری هم پدرم مادرم را با خود به تظاهرات برده بود که با مخالفت دو خانواده روبرو شده بود. اما پدرم با گفتن چند تا آیه و حدیث و روایت و آیت الله روح الله خمینی نظرشان این است و اینکه امام حسین به ما درس آزادگی داده است، از او باید درس بگیریم، هر دو خانواده با این حرفها آرام شده بودند و خودشان هم در این تظاهرات و شلوغی‌ها شرکت داشتند. رفتن محمد رضا شاه از ایران که در حقیقت آزادی، آبادی، شادی و نشاط، اعتبار و آبرو، هویت و هر آنچه را که فکر کنی با خود برد. 26 دی ماه روز عزا برای ایران است. گرچه اگر محمد رضا شاه عزیز و ملکه ایران زمین شهبانو در ایران می‌ماندند، معلوم نبود این وحشیان جانی و روانی با آنان چه می‌کردند. امروز شاهد هستیم که نوادگان آن بی‌شرف‌ها با زنان و مردان ایرانی چه می‌کنند. به خاطر یک تار مو جان عزیزانی را می‌گیرند و خانواده‌هایی را تا ابد داغدار و داغ دیده عزیزشان می‌کنند. عده‌ای را دستگیر می‌کنند و غیره. با آگاهی به این موضوع که هر حکومتی مخالفان و موافقان خود را دارد، ولی محمد رضا شاه به فکر آبادانی ایران بود، چیزی که در حال حاضر فقدانش عذابی دردآور برای یک ایرانی واقعی است. شاید آن قدرتی که در دست آخوندها بود و میدان برایشان باز بود این حادثه رخ داد. ماه محرم و صفر و عزاداری و ماه رمضان و روزه گرفتن و ادای نماز جماعت و غیره انجام می گرفت. 12 بهمن همان سال بازگشت روح الله خمینی و 22 بهمن هم پیروزی شوم انقلاب اسلامی 1357. از جزئیات چگونگی انقلاب در کتاب تاریخ‌هایمان خوانده ایم. تاریخ معاصر و کتاب انقلاب اسلامی 1357 که پاس کردنش در دانشگاه برای ما الزامی بود. به هر حال پدر و مادرم و خانوادگشان مشغول خریدن و آماده شدن برای جشن عروسی بودند. قرار بود در فروردین 1358 جشن عروسی خود را در منزل بابا بزرگ مجید برگزار کنند. مامان بزرگ اعظم به اتفاق مامان نرگس و مامان جون لیلا به بازار رفته بودند و پارچه ابریشم، حریر و ساتن به رنگ سفید خریداری کرده بودند. قرار بر این بود که مامان بزرگ اعظم برای مامان نرگس لباس عروس بدوزد. مامان نرگس هم دوره آموزش خیاطیش چند ماهی بود به اتمام رسیده بود.
گاهی آقا جون رمضان و مامان جون لیلا برای خرید جهیزیه به بازار می رفتند و در زمانهایی که آقا جونم برای تدریس به مدرسه می رفت، مامان جون لیلا با مامان نرگس به بازار می رفتند. به هر حال آنچه را که برای جهیزیه دختر در آن سالها الزامی می دانستند خریداری کردند. لباس عروس دوخته شده توسط مامان بزرگ اعظم با شناخت و آگاهی از مد آن زمان دوخته شده بود. مامان نرگس لباس عروسیش را برای یادگاری نگه داشته است. قرار بود مادرم همراه با مادر شوهر و پدر شوهر و بقیه اعضای خانواده پدرم در یک منزل زندگی کنند. و وقتی عمو رحیم قصد ازدواج داشت، آنها منزلی را خریداری کنند. جهیزیه آماده و خریداری شده عروس در طبقه‌ای که اختصاص به مادر و پدرم داشت چیده شد. جشن عروسی در منزل آقا جون مجید برگزار می شد. مامان نرگس لباس عروس دوخته شده توسط مادر شوهر را به تن کرده. عمه پدرم هم کمی او را آرایش کرده بود. همین که مشخص باشد عروس کیه. آرایش عروس ملایم بود. همین که تدارکات عروسی آماده بود. مهمانها کم کم سر رسیدند. مجلس زنان در منزل بابا بزرگ مجید و مجلس مردان در منزل یکی از همسایه هایشان بود. به زن و بکوب آنچنانی نداشتند. فامیل مادریم از جشن عقد مادرم که بدون بزن و بکوب بود راضی نبودند و گفته بودند مجلس شادی است، باید با مجلس ماتم و ترحیم تفاوت داشته باشد. مامان جون لیلا به خانواده و فامیل خود گفته بود دخترم عروس فلانی شده است. داماد سید است و قرار است اگر خدا بخواهد آخوند شود و چی از این بهتر. دخترم خوشبخت می شود. در مقابل آنها گفته بودند در جشن عروسی جبران جشن عقد را می کنیم. مادرم با خواهش و التماس از آنها خواسته بود هر کاری می خواهند بکنند ولی آبروریزی نکنند. به هر حال عروسی با کمی تنبک زدن و غیر ریز و کمی تا حدودی هم رقص بابا کرم انجام گرفت. هرچند در همان شب عروسی مامان جون لیلا خیلی هرس خورده بود که وای حالا آبرومون میره و روی دست و صورتش میزده است. در یکی دیگر از منازل همسایه هایشان تدارک شام چیده بودند و از مهمانان درخواست کردند که برای صرف شام به آنجا بروند. به هر حال طبق تعریف‌های پدر و مادرم جشن عقد و عروسیشان هر کدام برایشان لذت بخش بوده است. و در بعد از ظهر روز بعد که جمعه بوده است مراسم پاتختی برگزار شده بود. کمی ماجرا را سری پیش ببریم. پدرم به حوزه می رفت و گاهی هم به مغازه کفاشی پدر بزرگم می رفت. مادرم حامله بود و مامان جون لیلا هم مشغول خریدن سیسمونی. در اسفند سال 1358 معصومه سادات خواهرم به دنیا آمد. در آبان سال 1361 کوثر سادات. در اردیبهشت سال 1364 من و در شهریور سال 1370 برادرم محمد سعید. در 31 شهریور 1359 جنگ ایران و عراق با حمله هوایی عراق به 10 فرودگاه و حمله نیروی زمینی عراق در تمام مرزها کشور را به یک جنگ تمام عیار کشاند. البته از نظر مقامات عراقی شروع جنگ در 13 شهریور 1359 با حملات توپخانه‌ای سنگین ایران به شهرهای خانقین و مندلی بود. این جنگ از سال 1359 تا 1367 به طول انجامید که طی همین 8 سال جنگ ایران تلفات و خسارات جانی و مالی زیادی داد و هنوز عراق به ایران غرامت جنگی نداده است و جالبتر این که حکومت جمهوری اسلامی ایران را ویران و عراق را آباد می کند. گویی خود ملت و حکومت عراق آبادانی کشورشان را بلد نیستند و پولها و طلاها و منابع حیاتی ایران و ایرانی است که به عراق سرازیر می شود. حتی به بهانه ساختن ضریح و صحن جدید برای مرقد امام علی و وسیع کردن فلان مرقد امام و ساختن کارخانه و مدرسه و بیمارستان و موکب و هزاران مورد دیگر. آن وقت وضعیت ایرانی که در دور افتاده ترین روستا زندگی می کند و وضعیت مدارس و بیمارستان های ناایمن و غیره را به چشم خود می بینیم ولی انگار مسئولین یا نمی خواهند ببینند یا توانش را ندارند.
فقط هم ثروت و سرمایه ملی ایران و ایرانی به عراق نمی رود. سوریه، یمن، کمک مالی به تروریست ها و غیره. به هر حال بسیاری از هموطنانمان به خاطر دفاع از کشور چه پیر و چه جوان و حتی نوجوان کم سن و سال عازم جبهه و جنگ شدند. عده‌ای شهید، عده‌ای جانباز، عده‌ای مفقود و عده‌ای اسیر شدند. عمو رحیم، عمو حبیب، عمو سعید، عمو محمد و دایی محمد هر کدام در زمانهای مختلف و نه همزمان عازم جبهه می شوند. عمو سعید که 17 سال داشته بود در عملیات خیبر سال 1362 شهید می شود. عمو حبیب در جریان عملیات والفجر 8 مجروح می شود و او را به بیمارستان می برند. یکی از پاهایش را از دست می دهد، جانباز می شود. ولی با این حال باز هم به میدان برمی گردد. فرمانده عملیات به او اجازه نمی دهد که به خط مقدم برود و از او می خواهد که پشت صحنه حضور داشته باشد. عمو محمد در عملیات کربلای 5 در سن 16-17 سالگی شهید می شود. عمو رحیم در عملیات رمضان تابستان 1361 اسیر می شود که در 26 مرداد 1369 همراه با بقیه اسرا به وطن برمیگردند. دایی محمد که همسر و دوقلو دختر و پسر به نامهای آرزو و امید داشت نیز مفقود شده بود و از او خبری نبود. می گفتند شاید اسیر شده باشد. ولی سالها بعد از جنگ پیکر او و تعدادی دیگر از شهدای جنگ تحمیلی وارد کشور شدند. در طول 8 سال جنگ تحمیلی پدرم هم گاهی به جبهه و خط مقدم سر می‌زد و اوضاع را از نزدیک رصد می‌کرد. چند نفر از رزمندگان طلبه بودند ولی هنوز تحصیلات حوزوی خود را به اتمام نرسانده بودند. در حقیقت از نظر سران و حامیان حکومت، روحانیون و آخوندها در دفاع مقدس بسیار نقش داشتند. از جمله موارد مشروع دانستن دفاع مقدس، تشویق کردن مردم به حضور در جبهه و بسیج آنها، اثرگذاری بر فرماندهان جنگ، حضورشان به عنوان رزمنده در خطوط نبرد، تقویت ایمان و روحیه رزمندگان با توسل به اهل بیت و پاسخ به مسائل شرعی، افزایش انگیزه مقاومت، آفرینش حماسه ها با حضور خود در خطوط مقدم، شهادت طلبی و ایثار رزمندگان. بیشترین شهید روحانی در سال 1365 در عملیات کربلای 4 و 5 بوده است. دقیقاً آخوندهای حاضر در جبهه و اردوگاه و خط مقدم چه طلبه‌ای بیش نبودند و چه تحصیلات حوزه را به اتمام رسانده بودند به دنبال اهداف گفته شده در فوق بودند، از جمله پدرم. از اعتقادات و باورهای مذهبی رزمندگان سوء استفاده می کردند. خدا، قرآن، 14 معصوم، به خصوص امام زمان، امید به امدادهای غیبی و معجزه، نظر و نیاز و بالاخره داشتن تعصبات مذهبی. غافل از اینکه سپاه روبرو هم مسلمان است. پس خدا با کدام یک از طرفین بود؟ حق را به کدام میداد؟ حتما خدا گفته بود شماها مسلمانید، مشکلاتتان را بین خودتان حل کنید، من دخالت نمی کنم. من هیچ کارم. و این جنگ 8 سال به طول انجامید. مردم خواهان اتمام جنگ بودند ولی سران حکومت آن را لازم می دانستند. به خصوص این که روح الله خمینی گفته بود انقلاب ما به خون نیاز دارد. باید خون ریخته شود تا انقلاب زنده بماند. دفاع از کشور و حریم آن لازم است. ولی این جنگ می توانست کوتاه‌تر باشد. تعصب به معنای طرفداری غیر منطقی شخص و گروه است. تعصب را به 2 گونه پسندیده و ناپسند تقسیم کرده اند. تعصب پسندیده را غیرت می گویند. تعصبات مذهبی به وجود آورنده خشونت و نزاع، تکبر و فخر فروشی، کینه، دفاع از مذهب خود و تخریب دیگران با عقاید مخالف همراه با جملات تمسخرآمیز و فحاشی، درگیری لفظی و کلامی، دامن زدن به اختلافات بیشتر و جنگ خونین می باشد. تعصبات مذهبی در خانواده منجر به کینه، کدورت، خشونت و دعوا و درگیری می شود. و همین تعصبات مذهبی در خانه و خانواده اعضای آن را دور و پراکنده می کند.
وجود تعصب مذهبی غیر منطقی روح الله خمینی و نزدیکان وی ایران را وارد جنگی کرد که طولانی ترین جنگ سده 20 پس از جنگ ویتنام بود. در این جنگ چند نفر شهید شدند. از این شهیدان چند نفر کم سن و سال بودند. از این شهدا چند نفر همسر و فرزند داشته است که فرزندانی از حضور پدر محروم شوند. بدون پدر و یتیم بزرگ شدند. آرزو داشتند موفقیت‌هایشان و خوشبختیشان را پدر ببیند. در مواقع غم و غصه پدر دلداریشان دهد، نوازششان کند و آنها را در آغوش بگیرد. از نام و نامه شهیدان سوء استفاده می کنند. بارها از نامه شهیدان و توصیه آنها به حجاب زنان می گویند. ولی چند تن از فرزندان شهید به صراحت بیان کردند که در نامه های پدرشان هیچ اشاره‌ای به رعایت حجاب توسط آنها نشده است. خودتان تجسم کنید، جنگ است. هر لحظه ممکن است دشمن پیشروی کند. فرصت این که چند صفحه نامه بنویسند و اشاره کنند و اما بعد چه وقتی فرصت کرده است نهج البلاغه بخواند و کلمات و جملات را تغییر دهد. ای خواهرم، بر توست حفظ حجاب و عفاف. در اکثر نامه ها حال و احوال خانواده را جویا شده اند و از سلامتی خودشان گفته اند و حتی فرصت نوشتن نامه های جداگانه برای پدر و مادر، همسر و فرزندانشان و در صورت داشتن برادر و خواهر را نداشتند. و در یک نامه قسمتی را به پدر و مادر، قسمتی را به همسر و قسمت دیگر را برای فرزندان و سایرین اختصاص می‌دادند. داروهای عمو حبیب و امثال او که جانباز هستند به سختی پیدا می شود و از طرفی هم گران است. توهین‌هایی که حکومت به همین جانبازان می کند دردآور است. اگر مسالمت آمیز اعتراض کنند دستگیرشان می کنند. تا وقتی که مردم به دنبال مراسم‌های حکومتی هستند و برای پیاده روی 40 رهسپار کربلا می‌شوند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. حکومت شرکت کردن مردم در مراسم‌های حکومتی را به نفع خود می‌داند و از آن استفاده ابزاری می‌کند. از حامیان ایران در جنگ ایران و عراق اسرائیل با فروش اسلحه آن هم مخفیانه به ایران کمک کرد و از بزرگترین حامی به شمار می‌رفت. اسرائیل راهنمایی نظامی و کمک تسلیحاتی بمباران تأسیسات هسته‌ای عراق را به ایران داد. ایالات متحده آمریکا و ماجرای مکفارلین برای فروش سلاح به ایران و این سلاح‌ها از انبار تسلیحات اسرائیل تأمین می‌شد. سوریه و لیبی با در اختیار گذاشتن موشک اسکاد به ایران کمک می‌کرد. خریداری اسلحه از کره شمالی، اسپانیا و پرتغال قطعات نظامی و جنگ افزارهایی را به ایران فروختند. کشورهایی مثل پاکستان، سوئد، ویتنام، یونان، اتیوپی و آرژانتین به ایران سلاح می‌فروختند و حتی حامی مالی نیز بودند. اتحادیه میهنی کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان عراق، حزب الدعوه، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق. داستان چیز دیگه است. نویسنده هدیه فروزان. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. حامیان عراق که حامی مالی و فروش تجهیزات نظامی و جنگ افزارها را بر عهده داشتند عبارتند از کانادا، دانمارک، مصر، مجارستان، اردن، کویت، لهستان، قطر، رومانی، عربستان سعودی، سنگاپور، سودان، ترکیه، امارات متحده عربی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی. بعضی کشورها هم به دلیل سود فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به هر دو کشور، ایران و عراق، سلاح می‌فروختند و بیشتر آنها نیز به صورت مخفیانه مانند آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا، فرانسه، آلمان شرقی، آلمان غربی، اتریش، ایتالیا، هلند، بلژیک، سوئیس، پرتغال، اسپانیا، چین، برزیل، کره جنوبی و آفریقای جنوبی.
عراق از حمایت مالی کشورهای ثروتمند نفتخیز حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی برخوردار بود. دانستن این نکته تلنگری است برای آنهایی که از مردم غزه و فلسطین دفاع می‌کنند. در بین اسرای عراقی تعدادی فلسطینی و تعدادی لبنانی هم بودند و یاسر عرفات هم از جمله کسانی بود که از صدام حسین و عراق در جریان جنگ ایران و عراق دفاع می‌کرد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از آشوبگرانی که به انقلابیون اسلحه می‌رساندند نیز همین لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها بودند. عکس‌های حضور شیخ حسن نصرالله در ایران با اسلحه را می‌توان با یک سرچ ساده مشاهده کرد. در ماجرای جنبش زن زندگی آزادی هم نیروهایی از حشد شعبی عراق، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، فلسطینی‌ها با دریافت دلار و پول دست به کشتار مردم ایران در داخل کشور می‌زدند. آنها به عنوان نیروهای سرکوبگر در واقع با یگان ویژه، سپاه و بسیجی‌ها در سرکوب مردم همکاری می‌کردند. حال به زندگی شخصی خودم و خانواده‌ام می‌پردازم. من و 2 خواهر و برادرم به دلیل زور و ارعاب پدر آخوند از پوشیدن لباسهایی با رنگ شاد مثل قرمز، صورتی، بنفش، یاسی، نارنجی و رنگهایی در همین طیف تیره یا روشن منع می شدیم. خودم به شخص دوست داشتم مانند همسالانم هر لباس با هر رنگ شادی را بپوشم و لذتش را ببرم. به مادرم می گفتم چه اشکالی دارد لباسهایی با رنگ شاد بپوشیم. پدر فلان دوستم آخوند است ولی در منزل آنها این قوانین نیست. حتی در اعیاد مذهبی لباسهایی با رنگ شاد می پوشند. در جشنهایشان هم همینطور. مادرم می گفت حرف پدرت است. دیگه حرف نباشه. مگه نشنیدی پدرت به من گفت حتی اگه خواستی برایشان لباس بدوزی پارچه رنگ شاد نخر. گفتم مامان نرگس جان، من و معصومه و کوثر و خود شما مدام داریم لباسهایی با رنگهای تکراری می پوشیم. محمد سعید هم که پسر است او هم مثل ماست. در زندگی خوب است تنوع باشد. همین کارهای شما و بابا مقدمه و پیش زمینه‌ای می شود برای اختلالات روانی و افسردگی ما بچه ها. مامان نرگس گفت پدر تو حرف مرا قبول ندارد. حرف خودش است. گفتم توی کلاس من با دوستم صحبت می کردم. گفت در فامیلشان آخوندی است که همسرش شاغل است و گفته برای اینکه بچه هایم عقده‌ای نشوند از حقوق خودم برایشان لباس با رنگی شاد می خرم و شوهرش هم مشکلی با این قضیه ندارد. مامانم گفت هر کسی اخلاق خودش را دارد. اخلاق پدرت هم این است. گفتم مامانم فرد عاقل وقتی متوجه بشود اخلاق و رفتارش به بقیه ضررهای جانی و عاطفی و حتی مالی میزند خودش را تغییر میدهد. بابا با این اخلاق و منش خود مسبب لطمه‌های زیادی به ما و شخصیت و زندگی آینده من می شود. دست بزن هم که دارد. برای نماز صبح هم که حتما باید پشت سرشان اقتدا کنیم زوری است. اگر هم که صبحها به مسجد برای اقامه نماز بروند ما را به زور با خود میبرند. از نحوه بیدار کردنمان برای نماز صبح با داد و بیداد و لگد زدنش به در اتاق تا روشن کردن لامپ و کتک زدنمان برای ادای نماز. خواب و خوراک در این خانه نداریم. ساعت 3 کمتر یا بیشتر صدای نماز شبشان می آید و اسم بردن 40 مؤمن و دعا. انگار همه باید بفهمند پدرم مشغول نماز است یا فلان دعا را می خواند. وقتی هم که پریود می شویم باید ادای نماز خواندن درآوریم. ماه رمضان باید ادای روزه‌داران را درآوریم. مامانم گفت دخترم همه ی حرفهایت صحیح است ولی ما زنان مسلمان یک سری وظایف و تکالیف داریم. دستور و امر خداست. گفتم مامان من قرآن را به فارسی خوانده‌ام. به مرد اجازه همه کاری داده شده است. به زن نه. مرد حق دارد یک سری کارها را انجام دهد ولی اگر زن انجام دهد بد است و جلوه خوبی ندارد و حتی باید مجازات شود. مجوز کتک زدن به زنان را داده است. توهین و تحقیر کردن زنان و همچنین خشونت علیه زنان. زنان را حیوان بیان کرده است. و اینکه آنان ناقص العقل، ناقص الایمان و ناقص الارث هستند. دختران و زنان بر طبق قرآن و اسلام هیچ حق و حقوقی ندارند. دشمنی خدا با ما زنها چیست؟
مگر خودش ما را نیافریده؟ آفریده که مردها بر روی ما مسلط باشند، زور بگویند و کتک بزنند. همه اینها را به صراحت در قرآن می‌بینیم. مگر خدا بخشنده و مهربان نیست؟ پس به چه دلیل این دستورات را داده است؟ خصوصاً سوره نساء آیات 24 تا 27. آیات زن ستیزی در قرآن بیشمار است. مامانم بر سرم دادی کشید و گفت من نمیدانم، برو از خدا بپرس. خواست خدا بوده است. فضولی خدا موقوف. برو توی اتاقت. جلوی چشمم نباش. گفتم مامانم نگذاشت من حرفی بزنم. سیلی محکمی به صورتم زد و مرا کشان کشان به سمت اتاقم برد. من به گریه افتاده بودم. در اتاقم را باز کرد و مرا به داخل اتاقم هل داد. تا شب توی اتاقم بودم. شب هنگام شام خوردن معصومه به اتاقم آمد تا مرا برای صرف شام صدا بزند. تب شدیدی داشتم همراه با تشنج. مرا به بیمارستان بردند. سریع بستری شدم. آزمایش‌های لازمه را از من گرفتند. فشارم هم پایین بود. سرم هم زدند. بعد از اینکه جواب آزمایش‌ها آماده شده بود، دکتر به پدر و مادرم گفته بود جواب آزمایش عالی است، ولی از فشار عصبی دخترتان به این حال افتاده است. در منزل تنش و جنگ اعصاب و روان دارید؟ و نگاهی به پدر و مادرم کرده بود و منتظر جواب. هر دو سکوت کرده بودند. دکتر گفته بود برای نرمال شدن وضعیت دخترتان باید 2 الی 3 روز اینجا بستری باشد. باید دختر شما دور از تنش و استرس و جنگ اعصاب باشد. او را بیشتر درک کنید. من که نمیدانم چه اتفاقی افتاده است، اما مشخص است چیزی دختر شما را رنجانده است و اگر پیگیری نکنید و در صورتی که میدانید مشکلش چیست در صدد رفع آن مشکل نباشید، عواقب وخیمی در پی دارد. ناراحتی قلبی، فشار خون بالا، افسردگی و دور از جانش شاید مرگ زود هنگام. دکتر ادامه داده بود که نسخه داروهایش را تهیه کنید تا داروهایش را مصرف کند. مامانم گفت آقای دکتر، دخترم بعد از تشنج بیهوش شد و تا الان باید به هوش می آمد. دکتر گفت خانم عزیز، حمله عصبی دختر شما به قدری بوده است که او تب و تشنج کرده و بیهوش شده است. باز هم جای شکرش باقی است که دخترتان زنده است. افرادی هستند که در این فشارها ایست قلبی یا سکته قلبی کردند. بیشتر هوای او را داشته باشید. و دکتر به سمت پرستارها رفته بود. بعد از به هوش آمدن من، دکتر باز هم معاینه‌ام کرد و اجازه مرخص شدنم را داد و مجدداً توصیه‌های لازم را به پدر و مادرم داد و اضافه کرده بود که دخترتان از نظر روحی و جسمی خسته شده است. به یک سفر نیاز دارد و کمی هم ضعیف شده است که برایش قرص‌های ویتامین و مکمل نوشتم مصرف کند. سوپ، شیر، انواع مغزیجات، خرما و عسل و به طور کلی غذاها و خوراکی‌های مقوی برایش مفید هستند. به هر حال از بیمارستان مرخص شدم و به منزل رفتیم. این جریان چند سالی قبل از رفتن به دانشگاه من اتفاق افتاده بود و پدرم هم در حوزه علمیه از علما و فقها به شمار می رفت و تدریس می کرد. به هر حال برای رفتن به سفر آماده شدیم. انتظار من این بود که سفری به شمال یا کیش یا قشم و حتی شیراز و تبریز و همدان و اصفهان داشته باشیم. خانوادگی با هواپیما به مشهد رفتیم. چند روزی را مشهد بودیم. کارمان شده بود هتل حرم و حرم هتل. دوست داشتم جاهای دیدنی مشهد را ببینم و سری هم به آرامگاه فردوسی و آرامگاه نادرشاه افشار بزنیم که دریغ. مثلا برای بهتر شدن روحیه من آمده بودیم مسافرت. هر جا هم که لازم می شد پدر و مادرم افرادی را امر به معروف و نهی از منکر می کردند. من به شدت مخالف این کارشان بودم. هر کسی آزادی این را دارد که در مورد پوشش خود تصمیم بگیرد. به هر حال بعد از 1 هفته ای برگشتیم. من و خواهرانم از همان سن 5 سالگی مجبور به داشتن حجاب شدیم. روسری با چادر و یا مقنعه با چادر. نماز خواندن را هم در همان سن یاد گرفتیم. به اجبار آنها باید قرآن را هم حفظ می کردیم. فقط این محبت و لطف را به ما کرده بودند که سوره های طولانی تر از 100 تا آیه را می توانید حفظ نکنید. در آن کودکیمان تا نوجوانیمان را صرف حفظ کردن قرآن کردیم. خواهرم معصومه 19 جزء، کوثر 20 جزء و من 11 جزء.
آیت الکرسی را هم هر 3 حفظ کردیم. 10 حکمت از نهج البلاغه را هم به اجبار پدرم باید حفظ می کردیم و هر کدام هم باید 10 حکمت حفظ شده‌مان با 2 نفر دیگر فرق داشته باشد. و بعد از حفظ آن در حضور پدر و مادر می خواندیم و به 2 نفر دیگر هم یاد می دادیم. حفظ زیارت عاشورا، دعای توسل، زیارت وارث، زیارت آل یاس و حدیث کسا هم الزامی بود. برای هیچ کدام هم جایزه و تشویقی در کار نبود. قرار بود اجرمان را از خدای عزوجل بگیریم. پدرم خیلی به خورد و خوراکش اهمیت می دهد. پدرم و دیگر آخوندها به رسم عادت بعد از خوردن غذا حتما یک چیز شیرین مثل حلوا، خرما، شیرینی و یا یک دسر شیرین میل می کنند و علت را هضم شدن بهتر و سریعتر غذا عنوان می کنند. آخوند مشخصاتی دارد مانند خودخواه و متکبر بودن، شکم پرست بودن، به دور از عقل و منطق بودن، اهل مغالطه، مبالغه، سفسطه، دروغ، خدعه و تقیه، بیشرم و بی‌حیا و پررو. به یاد دارم که محمد سعید هنوز شیرخواره بود. شب عاشورا خانوادگی لباسهای مشکیمان را پوشیدیم تا به روزه برویم. پدرم مانند دیگر آخوندها به منبر می رفت و یک چیزهایی در مورد دین و آیین اسلام و قرآن و 14 معصوم و احکام نماز و روزه و غیره می گفت. و حسن ختام خاموش شدن چراغها و ذکر مصیبت و روزه خوانی. در آن روزه که پدرم به منبر می رفت، خیابان نزدیک به آنجا را بسته بودند که هیئتی‌ها و دسته‌های عزاداری به سهولت عبور کنند. جمعیت بسیاری آنجا بودند. قرار بود یک تعزیه هم انجام بگیرد. اسب‌های نگونبخت را چطور وحشیانه می‌زدند. اسب‌ها ترسیده بودند. از مردمی که برای تماشا آمده بودند خواستند عقب‌تر بروند که بابت اسب‌های وحشت زده آسیبی به آنها وارد نشود. چه ظلم و ستمی به این اسب‌ها می‌شد. این اسب‌ها در آن تایم باید استراحت می‌کردند. بعد از آن نوبت آورده شدن علی اصغر و گهواری او و خواندن روزه علی اصغر بود. کودکی که قرار بود به عنوان علی اصغر در گهواره بخوابد به دلیل بیماریش او را نیاورده بودند. پدر و مادرش التماس دعا خواسته بودند. جمعی از بانیان روزه به سمت ما آمدند تا محمد سعید را به عنوان علی اصغر در گهواره بگذارند و از مادرم اجازه بگیرند. در این هنگام پدرم که خیلی وقت بود منبرش تمام شده بود به نزد ما آمد و ماجرا را جویا شد. پدرم به مامان نرگس گفت محمد سعید را در گهواره علی اصغر بگذار تا بیمه علی اصغر شود. یا باب الحوائج. مامان نرگس هم با گفتن یا باب الحوائج محمد سعید را در گهواره گذاشت. من و معصومه و کوثر از ترس ازدحام و شلوغی به مامان نرگس گفتیم مامان این کار را نکن. حتی معصومه گفت مامان محمد سعید غریبگی می کند. مامانم گفت ما هم همراهشان می رویم. گهواره را بلند کردند و یک مداح روزه علی اصغر را می خواند. ما همگی هم به دنبال محمد سعید که در گهواره بود می رفتیم. یک دفعه ازدحام جمعیت به شکلی شد که چشمهایمان گهواره را نمی دید ولی صدای گریه محمد سعید را می شنیدیم. من از اینکه محمد سعید گم شود و یا در این شلوغی او را بدزدند به گریه افتادم. با وجود اینکه یک بچه 7 ساله شاید هم کمتر بودم. زنانی که قصد بچه دار شدن داشتند و یا مشکل داشتند به دنبال گهواره می رفتند و روبان سبز و سفید را برای بچه دار شدنشان و حاجت روا شدنشان به آن گهواره می بستند. چند نفر از بانوان هم به خیالشان محمد سعید علی اصغر است و صورت و دست و پای او را از بس دست کشیده بودند سرخ کرده بودند و حتی به دست و پای محمد سعید هم روبان سبز و سفید بسته بودند و صدای گریه های او را ما از دور می شنیدیم. با تمام شدن روزه علی اصغر کل روزه و تعزیه هم تمام شد و جمعیت برای گرفتن نظری و شام متفرق شد. و ما توانستیم به گهواره برسیم و مامان نرگس محمد سعید را که حسابی ترسیده بود و وحشتناک گریه می کرد در آغوش گرفت. در ورودی و در خروجی را بسته بودند تا شام جمعیت را بدهند و سپس درها را باز کنند. مادرم می‌خواست به محمد سعید شیر بدهد، منتها جایی مناسب برای انجام این کار نبود. مادرم به یکی از آقایان آنجا گفت حال بچم خوب نیست، اجازه بدهید برویم. لطفاً در را باز کنید.
آن آقا به تک تک ما ظرف غذایی داد و در را باز کرد و ما به بیرون رفتیم. فقط به ما گفت چون ظرفها ملامین است به ما برگردانید، برای روزه لازم داریم. خانم‌هایی در قسمتی از محوطه که فرشی پهن بود مشغول خوردن غذای روزه بودند. ما هم به سمت آنها رفتیم. مادرم از آنها پرسید اینجا جای کسی است یا ما هم می‌توانیم بنشینیم؟ یکی از خانم‌ها گفت جای کسی نیست. بفرمایید بنشینید. ما هم نشستیم. مادرم چادرش را روی صورتش انداخت تا به محمد سعید شیر دهد. به ما هم گفت غذایتان را بخورید. معصومه غذایش را خورده بود. محمد سعید هم شیرش را خورده بود. معصومه محمد سعید را بغل کرد و کمی راه رفت تا خوابش برد. مامان نرگس هم مشغول خوردن غذایش شده بود. پدرم هم در قسمت علما و فقها سفارشی با سفره‌ای پهن شده و ماست و سبزی و دوغ مشغول خوردن غذا بودند. قلیانی هم بعد از صرف غذا و شل زرد کشیده بودند. و ما در این قسمت منتظر حضرت پدر بودیم. بعد از صرف غذا مادرم به من گفت ظرفها و قاشقها را جمع کن و به آنها تحویل بده. من هم امر مادر را اطاعت کردم. تصمیم گرفتیم به سمت ماشین برویم تا پدرم هم بیاید. آرام آرام به سمت ماشین رفتیم. پدرم آمد. همگی سوار ماشین شدیم و به منزل برگشتیم. معمولاً در روزه‌ها وقتی مادرانی با فرزندان کوچکشان در این مجالس شرکت می‌کنند، نوعی آزار و اذیت و خشونت علیه کودکان است. خصوصاً در مواقعی که چراغ‌ها را خاموش می‌کنند و کودکان به گریه می‌افتند و یا در زمانی که مادران چادرهایشان را به صورت‌هایشان می‌اندازند و شروع به گریه کردن می‌کنند و آن کودک از دیدن و شنیدن گریه‌های مادرش به گریه می‌افتد. یک شب در روزه‌ای دیدم کودکی چادر مادرش را پس زد و مشغول پاک کردن اشک‌های مادرش شد. وقتی میگوییم جای کودکان در این مراسم نیست، بیان می‌کنند که با بردن کودکان در این مراسم‌ها آنها را حسینی بار می‌آوریم. کودک با هزاران اختلال کوچک و بزرگ رشد کند به خاطر چنین مراسمی. پدرم با چند نفر از دوستان آخوندش خیلی صمیمی بود، به طوری که خانوادگی با هم معاشرت داشتیم. یکی از آنها باغ شخصی داشت. گاهی به آنجا می رفتیم. اینها را می گویم که دیگر فکر نکنید آخوند ساز زندگی می کند. بهترین خانه و زندگی را دارد و بهترین ماشین. ولی اعضای خانواده احساس خوشبختی ندارند. من به شخصه احساس خوشبختی نداشتم. اخلاق پدرم به نحوی بود که اجازه دیدن و تماشا کردن سریال ها و فیلم ها با ژانرهای مختلف را نداشتیم. مثل طنز و کمدی و فانتزی. و ما به دور از چشم پدر گاهی فیلم و سریال می دیدیم. آن وقتهایی که پدرم در خانه نبود. موقع داشتن جلسه هایش در روزه ها و یا تدریس در حوزه. ما با ترس و دلهره که الان پدر می آید تلویزیون می دیدیم. و جالب ترین که فقط در منزل ما این قوانین بود. نه در منازل دوستانم چنین بود و نه در منازل آشنایانمان که اتفاقا آنها هم مذهبی بودند. خواهرم معصومه حدوداً 17 ساله بود که به حوزه علمیه خواهران وارد شد. او علاقه شدیدی به تحصیل در حوزه علمیه داشت. می گفت آینده شغلیش هم تضمین شده است. می تواند کارشناس، پژوهشگر و یا به استخدام آموزش و پرورش درآید. آموزگار دوران ابتدایی و یا دبیر اندیشه اسلامی، دین و زندگی، تاریخ اسلام، عربی و ادبیات عربی، تفسیر موضوعی قرآن و تدریس در حوزه علمیه خواهران و غیره. اما من و کوثر ترجیح دادیم به دانشگاه برویم. اولویت پدر و مادرم رشته‌هایی مثل الهیات، معارف اسلامی، عربی و ادبیات عربی، فلسفه، تاریخ، روانشناسی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، کتابداری، ادبیات فارسی، تربیت بدنی، حسابداری و در آخر رشته‌های پزشکی و دیگر رشته‌ها. خواست آنها این بود که در فکر رفتن به دیگر دانشگاه‌ها در شهرهای دیگر نباشیم. وقتی کوثر کنکور داد، دانشگاه شیراز رشته فلسفه و دانشگاه اصفهان روانشناسی و دانشگاه خرم‌آباد باستانشناسی قبول شد که با مخالفت پدرم روبرو شد و مانع رفتن او شدند. کوثر خیلی گریه کرد و گفت من برای رفتن به دانشگاه تلاشم را کرده ام و تلاشم نتیجه داده است. مگه خوابگاه خواهران چه اشکالی دارد؟ یا اصلا یک خانه آنجا اجاره کنیم که من در آن ساکن شوم. حتی خانوادگی برویم.
پدرم اجازه به اون نداد و مجبور شد دوباره برای کنکور بخواند. پدر و مادرم به او گفتند اگر تلاشش را کمی بیشتر کرده بود همین تهران قبول می شد. کوثر دوباره کنکور داد و این بار رشته معارف اسلامی دانشگاه تهران قبول شد. در زمانی که من کنکور دادم با تجربه‌ای که از دانشگاه رفتن کوثر داشتم آن رشته‌هایی که مختص تهران بود را انتخاب کردم و رشته‌های دیگر دانشگاه‌ها را انتخاب نکردم. رشته الهیات، ادبیات فارسی و علوم اجتماعی را به ترتیب قبول شدم و رتبه نسبتاً خوبی را کسب کرده بودم. در رشته الهیات تحصیلات دانشگاهیم را آغاز کردم. در دوران مدرسه رفتنمان پدر و مادرم، به ویژه پدرم، مخالف ورزش و تحرک ما بودند، چرا که به عقیده آنها ورزش و تحرک و پریدن بالا و پایین باعث رشد زیاد اندامها در دختران و زنان می شود. حتی ورزش کردن را مساوی با رقص و حرکات موزون می دانستند. گرچه هم ورزش کردن و هم رقص موجبات نشاط و انرژی انسان در هر سنی می شود. آیه‌ای در قرآن است که بیان می کند خداوند شادی کنندگان را دوست ندارد. نکته دیگر این که اسلام تنها برای زنان محدودیت و محرومیت ایجاد کرده است. وقتی هم از محدودیت و محرومیت صحبت می کنیم می گویند زنان ورزشکار ایرانی را ببینید با وجود حجاب و پوشش می توانند ورزش کنند و حتی به مدال هم برسند. خواستن توانستن است. بعضی از زنان ورزشکار مجبور هستند با پوشش غیر مناسب ورزش کنند و آن پوشش توان حرکت را از آنان می گیرد. در فواصل مختلف سال زنان ورزشکار با مشکلاتی روبرو هستند. حتی شبکه ورزش بانوان هم در صدا و سیما وجود ندارد تا ورزش آنان را نشان دهد با وجود اینکه حجاب و پوشش دارند. و وقتی به المپیک و پارا المپیک را پیدا می کنند مسابقات آنان را پخش می کنند. در ماه صفر معمولاً در بین مذهبیون این رسم جا افتاده است که برای دور شدن از نحسی و شومی ماه صفر پخت آش رشته و توزیع آن بین مردم و همسایه ها و فامیل عالی است. اول هم به نیت سلامتی صاحب الزمان و بعد هم سلامتی خود و خانواده هایشان. دادن صدقه در روزهای ماه صفر هم الزامی می دانند. این رسم ها هم در خانواده و بستگانمان وجود داشته. در 28 ماه صفر هم عده‌ای شل زرد نذری میپزند. آقا جون رمضان و مامان جون لیلا هر سال در 28 ماه صفر نذری شل زرد خود را میپزند. پدرم از فامیل به خصوص فامیل درجه 1 خواسته بود هر زمانی که دور هم هستیم با وضو باشید تا در همان دور همی تلاوت قرآن، خواندن دعا و زیارت، اقامه نماز جماعت، اقامه نمازهای مستحبی، گفتن احکام و ذکر مصیبت و روزه کوتاهی را داشته باشیم که انشاءالله در این دوره همیها به گناه کشیده نشویم و یک عمل خداپسندانه‌ای انجام دادیم و هم صله رحم به جا آوردیم. برای بچه ها هم آموزش نماز و یادگیری قرآن می‌گذاریم. اگر همه موافق باشند ماهی 1 بار این دوره همی را داشته باشیم و هر ماه نوبت یک خانواده باشد. همه از پیشنهاد پدرم استقبال کردند. منازل خاله زری، دایی علی، عمه سعیده کوچک و اجاره‌ای بود و برای یک دوره همی به شیوهی که پدرم ترسیم کرده بود بیش از حد دشوار بود. از آن گذشته در فامیل کسانی بودند روی چشم و همچشمی کاری را می کردند و شخص میزبان برای یک مهمانی به درد سر می افتاد. پذیرایی با میوه و شیرینی، نهار یا عصرانه و یا شام، پخت آش رشته و غیره. اگر هم شخصی با پذیرایی ساده‌ای از مهمانان خود پذیرایی می کرد با تمسخر عده‌ای روبرو می شد که ما چطور میزبانی کردیم و فلانی چطور. اگر نمیتوانی مجبور نیستی مهمانی بگیری. اگر هم شخصی به دلیل عدم توانایی مالی مهمانی نمی کرد، پشت سرش می گفتند ترسید دیوار خانه‌اش را ببینیم. مفت می آید می خورد و می رود. خاله زری، دایی علی و عمه سعیده به دلیل کوچکی منازلشان که در فوق اشاره کردم، مهمانیشان را در باغ و یا ویلای شخصی دوستان و آشنایانشان با خرج خودشان می گرفتند. به هر حال هر کسی روز مهمانیش سنگ تمام می گذاشت. روزی که در منزل ما مهمانی بود با تولد محمد سعید همزمان شده بود. پدرم مخالف تولد گرفتن بود و می گفت فسق و فجور می شود. حتما می خواهید آهنگ تولد و رقص و آواز هم باشد. ما این دوره همی را برای نزدیکی به خدا و یاد او می گیریم.
بزن و بکوب و تولدت مبارک ممنوع. پدرم برای خرید میوه و شیرینی و غیره سوار بر ماشینش شد و رفت. وقتی برگشت علاوه بر میوه و شیرینی کیک تولدی را هم خریده بود. بعد هم از ماشینش یک فوتبال دستی بیرون آورد و گفت این هم کادوی تولد محمد سعید. مامان نرگس شامی را برای مهمانان آماده کرده بود. 2 ساعت قبل از اذان مغرب مهمانها با کادو وارد شدند. تولد 4 سالگی محمد سعید را جشن گرفتیم. اما نه با ساز و آواز و رقص. بر روی کیک 4 شمع گذاشتیم. شمع‌ها را روشن کردیم. محمد سعید هم شمع‌ها را فوت کرد. همگی دست زدیم. ما بچه‌ها هم که شادی و رقص دیگر بچه‌ها را شاهد بودیم تا نزدیک فسق و فجور رفتیم و با آنها یواش یواش داشتیم همراه می شدیم که با هوشیاری پدرم به خود آمدیم. عمو حبیب به پدرم گفت حاج سید کریم بزرگوار بگذار راحت باشند. اینجا که نامحرم ندارند. پدرم گفت اولا باید یاد بگیرند. در ثانی پس پسرهای شما و آقا رحیم و سعید خانم و زری خانم و علی آقا نامحرم نیستند؟ عمو رحیم گفت پسرهای ما که همگیشان کم سن و سال هستند. اینقدر سخت نگیر. پدرم گفت ما شهید دادیم. خون دادیم. خودت اسیر شدی. حبیب جانباز شد. 2 از برادرانمان شهید شدند. برادر شهید هستی. همین آقا امید و آرزو خانم فرزندان شهید برادر همسرم هستند. مامان نرگس گفت نوبتی هم باشه نوبت خوردن کیک است. خاله زری با 1 سینی چای وارد سالن شد. کیک را بریدند و در تعدادی بشقاب قرار دادند و همگی چای را با کیک میل کردند. کادوها را از بزرگان فامیل شروع کردند به باز کردن. بابا بزرگ مجید و مامان بزرگ اعظم 2 چرخه، آقا جون رمضان و مامان جون لیلا بلوز و شلوار منزل، عمه سعیده لباس مجلسی، عمو رحیم آتاری، عمو حبیب ماشین اسباب بازی، دایی علی هواپیما، خاله زری کتاب داستان، زندایی الهه و امید و آرزو بازی فکری و پازل. من و معصومه و کوثر هم منچ و مارو پله. پدر و مادرم هم فوتبال دستی. با نزدیک شدن به اذان همگی آماده نماز خواندن شدند. وضو گرفتند. پشت سر پدرم ایستادند. پدرم به رسم همیشه خودش بار دیگر اذان را گفت. نماز مغرب را خواندند و بین 2 نماز تسبیحات حضرت زهرا. نوبت به نماز عشا رسید. نماز عشا را هم خواندند. بعد از اتمام نماز پدرم زیارت عاشورا و دعای توسل را خواند. وسط زیارت عاشورا 1 سری به دشت کربلا زدند و بقیه آن را خواندند. با صلوات بر محمد و آل محمد من و خواهرانم با بشقاب‌های میوه آمدیم. شیرینی را هم عمه سعید آورد. کمی بعد هم سفره را پهن کردیم و بشقاب، قاشق، چنگال، لیوان و غیره را در سفره گذاشتیم. زرش پلو با مرغ، خوراک بادمجان، پلو شوید و باقالی با ماهیچه، ماست، سالاد، سبزی، دوغ و نوشابه و رنگینک. سینی چایی بعد از شام را معصومه خواهرم آورد. مهمانان پس از نوشیدن چایی آماده رفتن شدند. بابت میزبانی و پذیرایی از ما تشکر کردند. ما هم متقابلا از آنها بابت کادوهایشان تشکر کردیم. آنها یکی یکی خداحافظی کردند و رفتند. کمی به مادرم در جمع جور کردن منزل و آشپزخانه کمک کردیم و این چنین آن شب مهمانی تمام شد. معصومه در سن 19 سالگی با حامد فرهنگساز 30 ساله استاد دروس مرتبط با الهیات، معارف اسلامی و تفسیر موضوعی قرآن ازدواج کرد. برای عقد به محضر یکی از دوستان پدرم رفتند. مانتو و شلوار سفید به همراه روسری و چادر سفید. خیلی ساده و خودمانی. تعداد نفراتی که در محضر حضور داشتند 25 نفر بودند. بعد از جاری شدن صیغه دائم، پدر و مادرم از مهمانان خواهش کردند که برای جشن کوچکی که در منزل ترتیب داده ایم تشریف بیاورند. تدارک همه چیز از قبل داده شده بود. میز و صندلی، شیرینی و میوه، چای و شربت، بستنی، میز شام، غذا و غیره. از رقص و ساز و آواز خبری نبود. پدرم از مداحی دعوت کرده بود تا کمی مولودی بخواند و مهمانان هم دست بزنند و با او همخوانی کنند. در این مواقع شنیدن صدای زن اشکالی ندارد.
برای توجیه آن میگویند به این دلیل که همخوانی میکنند اشکالی ندارد. مانند زمانی که در روزه ها بعضی از زنان زجه میزنند و از دلباختگی امام حسین غش میکنند و یکی آبقند میآورد و آن یکی آب به صورتش میزند و دیگری سریع مهر جانمازش را نزدیک بینی او میگیرد و میگوید بو کن. در این موقعیت هم میگویند مردهای نامحرم که آن زن را نمیشناسند پس اشکالی ندارد و اینکه صدای همه زنهای مجلس روزه با هم ترکیب شده است و صدای تحریک‌آمیزی را تولید نمی‌کند. به هر حال مجلس مهمانی و جشن نامزدی خواهرم با مولودی و صلوات برگزار شد و خاتمه آن هم شام مجلس بود. بعد از تقریباً 1 سال جهیزیه معصومه را که آماده بود به منزل عروس و داماد منتقل کردیم. جشن عقد و عروسی را با هم در باغ تالاری گرفتند. خواهرم آن شب لباس عروس کاملاً پوشیده‌ای به تن داشت. آرایش زیادی هم نداشت. آن جشن هم مانند مهمانی در منزل پدرم بدون ساز و آواز برگزار شد. در این جشن از دوستان پدرم آقای داماد و عروس خانم هم حضور داشتند. مجلس با صلوات و مدح 14 معصوم و مولودی همراه بود. بعد از آن هم شام و حسن ختام هم پاتختی و تمام. پدر و مادرم از معصومه خواسته بودند تا زود بچه دار شود. فقط پدر و مادرم نبودند. پدر و مادر آقا حامد و جمعی از فامیل‌های همیشه در صحنه هم بودند. معصومه چند سالی از تحصیلات حوزویش باقی مانده بود. تحصیلات حوزوی او 12 سال طول می‌کشید و ارائه پایان نامه هم داشت. مادرم به معصومه گفته بود نگران نباشد، بچه دار که شود همگی هر کاری که از دستشان برمی آید برای او می کنند تا بدون هیچ استرسی به تحصیلش ادامه دهد. خلاصه معصومه خانم باردار شد، آن هم 3 قلو، 2 تا پسر و 1 دختر. بارداری دشواری داشت. به حوزه هم می رفت. پزشک و متخصص زنان و زایمان به معصومه هشدار داده بود که خود را خسته نکند و مراقب سلامتیش باشد و بیشتر استراحت کند. استادهای او شرایط معصومه را به خوبی درک می کردند و از طرفی پدرم هم نقش بسیاری در این زمینه داشت. گاهی معصومه توان رفتن به حوزه را نداشت و در این مواقع استادهایش و حتی دوستانش به طریقی جزوه ها را به دست او می رساندند. گاهی هم پدرم و آقا حامد شوهرش تدریس خصوصی برایش می‌گذاشتند. دوران بارداری او تقریباً رو به اتمام بود. شبی از درد زیاد تا مرز بیهوش شدن رفت. آقا حامد سریع او را به بیمارستان رسانده بود. به پدر و مادرم و پدر و مادر خودش هم خبر داده بود. پزشکا بعد از معاینه معصومه اعلام کردند که برای یکی از 3 قلوها مشکلی پیش آمده است و یکی دیگر آنها هم ضربان قلب ضعیف دارد که فقط با سزارین زایمان ممکن است. معصومه را برای زایمان سزارین آماده کردند. مامان نرگس کتاب دعا در دست و مادر شوهر معصومه ناهید خانم هم تسبیح. آقا حامد هم در راهروی بیمارستان راه می رفت. من و کوثر هم در حال خودمان نبودیم. محمد سعید 8 ساله را نزد مامان بزرگ اعظم گذاشته بودیم. من به مامان نرگس گفتم خیلی طول نکشید؟ مامان نرگس گفت زایمان است، طول می کشد. اگر خسته شده اید تو و کوثر با پدرتان بروید خانه. گفتیم میمانیم. آقا حامد از شدت استرس بدحال شد. پرستارها به آقا حامد رسیدگی کردند. فشارش را کنترل کردند و به او گفتند جای هیچ نگرانی نیست. حال همسر و 3 فرزندتان خوب است. بعد از گذشت 20 دقیقه‌ای معصومه را که هنوز بیهوش بود به اتاقی منتقل کردند. 3 قلوها را هم به بخش نوزادان بردند. من و کوثر همدیگر را بغل کردیم و خاله شدنمان را به هم تبریک می گفتیم و می خندیدیم. به آقا حامد هم تبریک گفتیم. گفتم چشم همگی روشن. مامان نرگس گفت من باید پیش معصومه بمانم. به هر حال سزارین کرده است و باید بیشتر مراقب وی باشیم. ناهید خانم هم حرف مادرم را زد. آقا حامد گفت من باید چی کار کنم؟ چه کاری از دست من برمی آید؟ ناهید خانم از صندلی بلند شد و به طرف آقا حامد رفت و چیزی در گوش او گفت. آقا حامد خداحافظی کرد و رفت. 1 ساعت بعد آقا حامد با 1 دسته گل زیبا و جعبه شیرینی و 1 جعبه شیک آمد. همگی به اتاقی که معصومه در آن بود وارد شدیم. پدر شوهر معصومه آقا محمود هم به تعداد نفرات حاضر آب میوه خریده بود. بعد از مدتی معصومه به هوش آمد.
کمی حالت تهوع داشت که مادرم دلیل آن را مواد بیهوش کننده استفاده شده در زایمان سزارین بیان کرد. سراغ بچه‌هایش را گرفت. گفتیم در بخش نوزادان هستند و حالشان خوب است. آقا حامد برای اینکه مطمئن شود معصومه هوشیاری کامل دارد از او چند سوال پرسید. اسمت چیه؟ من کی هستم؟ اینجا کجاست؟ و غیره. معصومه جواب همه آنها را داد. در این وقت آقا حامد جعبه شیرینی را باز کرد و تعارف همگی کرد. شیرینی و آب میوه را خوردیم. آقا حامد دست گل را تقدیم معصومه کرد و آن جعبه شیک را روبروی معصومه باز کرد. گردنبند و گوشواره و دستبند طلا و گفت تقدیم به تو که مادر فرزندانم هستی و این لحظه بهترین لحظه زندگیم است که پدر شدم و این را مدیون داشتن تو هستم. معصومه هم از او تشکر کرد و گفت پدر شدنت مبارک. آقا حامد پیشانی معصومه را بوسید. نگاه‌های پدر و مادرم خیلی جالب بود. می توانستم بفهمم چی در فکرشان می گذرد. پدرم در این فکر بود که این کارهای زننده چیست؟ شرم هم نمی کند. جلوی چشم این همه آدم پیشانی دخترم را می بوسد. چه معنی دارد؟ مرد گنده این کارها وقت دارد. خانه خودت می کردی. برای یک زایمان این هم خرج اضافه؟ خب وظیفه زن فرزندآوری و پرورش فرزند است. بی خودی یک کارهای جفنگ را مد می کنند. و مادرم در فکر این بود که همه شوهر دارند، منم شوهر دارم. دخترم هم شوهر دارد. لااقل شکرش باقی است که سرنوشت معصومه مثل من نشده است. منم زن بودم 4 بچه سالم 3 دختر و 1 پسر به این آقا دادم. آقا انگار وظیفه‌ام بوده. تازه زایمان طبیعی هم داشتم. بعد زایمان هم باید کار می‌کردیم. استراحت و اینجور چیزها نبود. معصومه که به دنیا اومد 1 شاخه گل رز به من داد. کوثر که به دنیا اومد گفت دومی که دیگه کادو و هدیه نمیخواد. رفت و از باغچه 1 گل رز زرد چید و به من داد. زینب هم که به دنیا اومد 2-3 ماه بعد انگار آقا خبردار شده بود که 3مین فرزندش هم متولد شده. 1 بلوز کادو کرده داده بهم. محمد سعید به دنیا اومد گفت خانم هم شما خواهر شهید هستی هم من برادر شهید. به حرمت شهدا کادو برایت نگرفتم. خوبه 2 سال بعد از جنگ محمد سعید به دنیا آمد. در این هنگام پرستارها سقلوها را آوردند. مامان نرگس گفت خب دیگه تو و کوثر با پدرتان بروید خانه. روز جمعه است و محمد سعید فردا کلاس دارد. حواستان باشد. خودتان هم که درس و کلاس دارید. بهتر است دور معصومه خلوت باشد. ما هم حرف مادرمان را گوش کردیم. از معصومه و دیگران خداحافظی کردیم. آقا محمود هم گفت منم 1 سری کار عقب افتاده دارم. میروم آنها را انجام بدهم. داستان چیز دیگه است. نویسنده هدیه فروزان. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com معصومه 2 روز در بیمارستان بود و بعد از اتمام 2 روز او را مرخص کردند و پزشک و پرستارها توضیحات لازم را به او دادند. معصومه به همراه سقلوهایش به منزل پدرم آمد. آقا محمود، ناهید خانم و آقا حامد هم آمدند. خانواده پدری و خانواده مادری هم آمدند. شامی را تهیه کرده بودیم. پدرم قصد داشت در گوش هر کدام از سقلوها اذان بگوید و به این خاطر همه حضور داشتند. پدرم در گوش هر 3 نفرشان اذان گفت و اسمهایشان را که معصومه و آقا حامد انتخاب کرده بودند را هم اعلام کردند. مهدی، هادی و هستی.
در 7 روزگی بچه‌ها آقا حامد 3 گوسفند را برای آنها عقیقه کرد. در آداب و رسوم عقیقه کردن حیوان حلال، گوشتی مانند شتر، گاو، گوسفند، میش و بز را برای سلامتی و دور بودن بلا از نوزاد ذبح می‌کنند و هنگام ذبح نام کودک و پدر او را به زبان می‌آورند و دعاهایی را هم می‌خوانند. بهتر است که حیوان گوسفند باشد. برای دختر حیوان ماده و برای پسر حیوان نر ذبح می شود. حیوانی که برای عقیقه ذبح می شود لاغر، کور و شل و غیره نباشد. به چاق و فربه بودن حیوان بسیار تاکید شده است. حیوان نباید مرغ و خروس باشد. اگر پدر و مادری فراموش کردند برای فرزندشان عقیقه کنند و یا توانایی مالی برای انجام این عمل را ندارند، حتما آن را انجام دهند. حتی اگر فرزند به سن 18 سالگی برسد و خودش حق لب زدن به گوشت را ندارد. گوشت عقیقه را نباید پدر و مادر بخورند و اگر خواهر و برادر کودک هم مجرد هستند و ازدواج نکرده اند هم نباید آن گوشت را بخورند. حتی اشاره می کنند به اینکه اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ نانخور فرزندشان هستند، آنان هم از خوردن گوشت صرف نظر کنند. آقا حامد 1 میش برای هستی و 2 گوسفند نر برای مهدی و هادی را با آداب و رسوم و دعای مربوطه عقیقه کرده بود و 1 مهمانی ترتیب داده بود. معصومه و آقا حامد در 1 آپارتمان زندگی می کردند. پدر و مادرش هم در خیابانی نزدیک به آنها آپارتمان داشتند. مهمانیشان را در منزل پدرم که دارای حیاط دلباز و بزرگی بود گرفتند. سالن پذیرایی منزل پدرم هم بزرگ بود. فامیل درجه 1 آقا حامد و فامیل درجه 1 ما همگی آن شب برای صرف شام حضور داشتند. در کل 50 نفری بودیم. با گوشت‌های عقیقه سه‌قلوها آبگوشتی طبخ شده بود. آبگوشت را آشپز هیئت محمد و آل محمد که از آشنایان آقا حامد بود آماده کرده بود. همه افراد حاضر در مهمانی از آن آبگوشت میل کردند به جز معصومه و آقا حامد. مامان نرگس و ناهید خانم هر کدام غذایی را آماده کرده بودند. مامان نرگس آبگوشت با گوشت گاو تدارک دیده بود و ناهید خانم هم پلو شوید با ماهیچه. معصومه و آقا حامد از غذاهای دستپخت مادرها تناول کردند. به رسم عادت همیشگی پدرم که بعد از صرف غذا حتما 1 خوراکی شیرین میل می کند، در سفره خرما، حلوا، ژله، دسر کارامل، کیک کنجدی خانگی، شیرینی نارگیلی و با سلوغ که هر دو را عمه سعید زحمت کشیده بود دیده می شد. آن شب هم با همه خاطره هایش به اتمام رسید. معصومه در منزل پدرم می ماند. پدرم به آقا حامد گفت شما هم امشب اینجا برای خواب بمانید. آقا حامد گفت من با شما تعارف ندارم. کارهایی دارم که باید انجام بدهم. پدرم گفت در این چند روز که معصومه نتوانسته به حوزه برود از درسهایش عقب افتاده است. من تا جایی که بتوانم به او کمک می کنم. شما هم هوای او را داشته باش. حواست که هست. آقا حامد گفت البته صحیح می‌فرمایید. به روی چشم و خداحافظی کرد و رفت. من از مامان نرگس در مورد عقیقه پرسیدم و او توضیحاتی داد و اشاره کرد که این 1 رسمی است که برای دختر و پسر اجرا می شود. برای هر 4 تای شما هم انجام دادیم. عقیقه معصومه کباب کوبیده، عقیقه کوثر آبگوشت، عقیقه خودت هم آبگوشت و عقیقه محمد سعید هم کباب سلطانی. برای خودمان هم که نباید گوشت عقیقه را می‌خوردیم، از گوشتی که در فریزر داشتیم خورش درست کردیم یا مرغ. دل و جیگر آن را هم مانند گوشتش پدر و مادر و اهل خانه و هر آن کسی که نانخور آن پدر است نباید بخورد. دل و جیگر را هم باید بپزند و به دیگران بدهند. مانند آقا حامد هم میتوان عمل کرد و به نیازمند داد. معصومه به مدت 1 ماه در منزل پدرم ماند. در این مدت گاهی هم آقا حامد شبها را برای خواب میماند. من در این 1 ماه به سه‌قلوها وابسته شده بودم. در موقع رفتن به معصومه گفتم زود به زود بیا اینجا. دلم برای خواهرزاده هایم تنگ می شود. معصومه در جواب من گفت نگران نباش.
وقتی خواستم دوباره به حوضه بروم، خواهرزاده هایت را می آورم. خاله شده ای برای این کارها. من خودم تا یاد دارم کودکی نکردم. با اسباب بازی هایم که زیاد هم نبودند وقت صرف نکردم. عروسک بازی نکردم. عوضش بچه داری کردم. کوثر، تو و محمد سعید. از وقتی که دست راست و چپم را شناختم مراقب شماها بودم. چشم به هم زدم، ازدواج کردم. بچه دار شدم. آن هم 3 قلو. گفتم معصومه جان، من، کوثر، مامان نرگس، مادر شوهرت ناهید خانم و خواهر شوهرت مهشید خانم هم که مجرد است همه کنارت هستیم. گفت میدانم. ولی تو درس و مدرسه داری. کوثر هم همینطور. از طرفی باید خودش را برای کنکور آماده کند. و در ادامه گفت من تا 6 ماهگی بچه ها صبر می کنم و بعد از آن دوباره به حوزه می روم. با کمک حامد توانستم خودم را به اینجا برسانم و از این به بعد هم تلاش خودم را می کنم. فقط ممکن است به تو یا کوثر و یا هر دوی شما نیاز داشته باشم که هوای بچه ها را داشته باشید تا من درس های حوزه را بخوانم و امتحان و آزمون ها را بدهم. کوثر که ساکت بود و حرفهای من و معصومه را شنیده بود گفت معصومه جونم، هر کاری که بتوانم برای تو و خواهرزاده هایم انجام می دهم. تو فقط مراقب خودت و بچه ها باش. کاری بود تماس بگیر. مامان نرگس هم توصیه هایی را در زمینه تغذیه و بهداشت به معصومه کرد و به او گفت به خاطر اینکه هم بچه داری می کنی و هم درس های حوزه را می خوانی فرصت غذا پختن نداری. من برایت غذا درست می کنم یا خودم می آورم یا کوثر و زینب می آورند. معصومه تشکر کرد. ما برای بدرقه کردن معصومه تا نزدیک ماشین آقا حامد رفتیم. آقا حامد از پدر و مادرم تشکر کرد. در ماشین را باز کرد و بچه ها و ساک و وسایلشان را در آن گذاشت. معصومه و آقا حامد خداحافظی کردند و رفتند. بعد از رفتن آنها به مامانم گفتم مگر عقیقه برای حفظ فرزند از بلا نیست؟ مامان نرگس گفت درست است. بگو چی توی سرت میگذره؟ گفتم حادثه که خبر نمی کند. طول عمر یک فرد مسلمان هرچه که باشد از بلا و بیماری و غیره دور نیست. سرطان، تصادف کردن، افتادن، سیل، زلزله، غرق شدن، آتش سوزی و خیلی چیزهای دیگر. این فرد مسلمان وقتی به دنیا می آید در 7 روزگی او پدر و مادرش عقیقه می کنند و یا هر وقت که توانایی مالی داشتند. بعدها هم که خودش صدقه می دهد که 70 بلا را از خود دور کند. دعای صدقه و دعای حفظ شدن از بلا و محافظت از طریق فرشتگان مقرب و به خصوص 4 فرشته از فرشتگان مقرب. خواندن آیت الکرسی صبحها و شبها قبل از خواب و خواندن آیت الکرسی به تعداد حروف ابجد اسم شخص. با همه این اقدامات و تدابیر باز هم بلا سر آن شخص و خانواده اش می آید. از این گذشته حتی برای آن نوزادی که عقیقه را هم انجام دادند اتفاقی می افتد که به مرگ او ختم می شود. مامان نرگس گفت از وقتی که فردی به دنیا می آید تا زمانی که مرگش برسد اتفاقات بد، تلخ و ناگوار برای او رخ می دهد. از دست دادن عزیزش، بیماری سخت برای خودش و یا یکی از نزدیکانش. یک خانم ممکن است در انجام دادن کارهای خانه مثل آشپزی کردن دستش بسوزد یا در حین ظرف شستن و یا کار با چاقو دستش را ببرد و یا در خانه تکانی از 4 پایه و نردبان سقوط کند. همه این اتفاقات برای من افتاده است ولی به خودم گفتم خدا حافظم بود. خدا دوستم داشته است. خدا رحم کرد که اتفاق بدتری نیفتاد. یک فرد مسلمان چه مرد و چه زن در هنگام رانندگی و یا راه رفتن معمولی در خیابان هم ممکن است برایش حادثه ای رخ دهد ولی لطف خدا شامل او می شود و از مهلکه نجات پیدا می کند که نجات پیدا کردن او هم مربوط به صدقه دادن و اعمال صالح اوست. گفتم مامان پس کسانی که از بلایی می میرند خدا دوستشان ندارد؟ می خواهی این را بگویی؟ مامانم گفت خدا همه بندگانش را دوست دارد. پیمانه عمر کسی که به اتمام برسد شخص هر کسی که باشد می میرد. گفتم مامان میگویند انسان اشرف مخلوقات هست. در قرآن آمده که انسان ضعیف آفریده شده است. در جای دیگر خدایی که خالق بشر و جهان هستی است میگوید انسان عجول است.
دست خود انسان نیست که عجول است. شاید خدا به شتاب زدگی بشر را آفرید. اگر همین انسان در جنگل یا جزیره ای گم شود، ممکن است حیوانات درنده به او حمله کنند و به او صدمه بزنند و حتی او را از پای درآورند. انسانی که نمیتواند از خودش دفاع کند، پاهای قویی ندارد که بدود، دستان قویی ندارد که از درختی بالا رود، بالهای قوی ندارد که پرواز کند و خود را از مهلکه نجات دهد. خدایی که قادر مطلق است و قدرت مطلق دارد، به عقیده من توانایی این که انسان را طوری بیافریند که بتواند از خودش دفاع کند را داشته است. به چه دلیل نکرده است؟ حیوانات هم از خودشان دفاع می کنند. خب مسلماً وقتی انسان نمیتواند از خودش دفاع کند، به سلاح‌های سرد و گرم روی آورده است و این چنین در زمین خونریزی و فساد می کند. در هنگامی که خدا آدم را خلق کرد، ملائک گفتند: آیا موجودی خلق می کنی که در زمین خونریزی و فساد انجام دهد؟ خدا در جواب آنها می گوید: من چیزی می دانم که شما نمی دانید. مامانم گفت: کفر نگو دختر، برو استغفار کن، برو توبه کن، خدا قهرش میگیره. خوبه وقتی تو را حامله بودم مدام قرآن میخواندم. وقتی هم به دنیا آمدی با وضو بهت شیر میدادم. موقع شیر دادن هم ذکر میگفتم، آیت الکرسی میخوندم. برو توی اتاقت، بابات اومد. به هر حال همان گونه که مادرم به معصومه گفته بود، برایش غذا آماده میکرد و برای او میبرد. اگر هم من و کوثر فرصت داشتیم و کلاس و درس نداشتیم، ما هم به همراه مادرم میرفتیم تا کمی به معصومه در انجام دادن کارهای منزلش و همینطور نگهداری 3 قلوها کمکش کنیم. ناهید خانم و دخترش مهشید، مادر شوهر و خواهر شوهر معصومه هم هر کاری که از دستشان برمی آمد انجام میدادند. وقتی 3 قلوها 6 ماهه شدند، به غیر از شیر مادرشان، فرنی، حریره بادام، شیر خشک و پوره هم می‌خوردند. در همین موقع ها بود که معصومه دوباره حوضه رفتن را آغاز کرد. 3 قلوها یا در منزل ما بودند یا در منزل پدر شوهرش و یا اینکه ما به منزل معصومه می‌رفتیم. با توجه به اینکه من و کوثر محصل بودیم و کوثر هم به شدت برای کنکور درس می‌خواند، ولی با همه مشغله‌ها خاله‌های دلسوز و مهربانی برایشان بودیم. طریقه درست کردن فرنی، حریره بادام، پوره سیب زمینی، پوره هویج، شیر خشک و غیره را از مامان نرگس یاد گرفتیم. از اینها بگذریم، مروری می‌کنم به آنچه که قبلا گفتم. معصومه که به تحصیلات حوزوی علاقه داشت و قصد داشت به عنوان کارشناس و کارشناس ارشد حوزه در حوزه علمیه و یا هر ارگان و سازمان دیگر سمتی داشته باشد، حدود 12 سالی شاید چند ماهی هم بیشتر به حوزه علمیه در رفت و آمد بود. فکر کنم از سال 1375 الی 1387 تحصیلاتش به طول انجامید. کوثر در سال 1380 وارد دانشگاه شد و در سال 1384 لیسانس الهیات خود را گرفت. البته در سال 1381 با مداحی به نام سید علیرضا موسوی عراقی 27 ساله ازدواج کرد. ابتدا به محضر رفتند و صیغه محرمیت و دائم آنها برگزار گردید. مادرم از صیغه معصومه و آقا حامد خاطره خوبی نداشت. حتی به معصومه اصرار کرده بود که لباس عروسی او را که مامان بزرگ اعظم دوخته بود را بپوشد که معصومه نپذیرفته بود و با مانتو و شلوار عازم محضر شده بود. خانواده آقا علیرضا و خودش خواهان این بودند که یک صیغه محرمیت در محضر و 8 ماه بعد یک عروسی در منزلشان میگیرند. به این دلیل که بیشتر فامیلشان در عراق به سر میبرند. نجف، کربلا و کاظمین. منزلی که قرار بود خواهرم کوثر در آن با آقا علیرضا زندگی کند، در کنار منزل پدر شوهر و مادر شوهرش آقا یاسر و زهره خانم بود. با همه مخالفت‌هایی که کوثر داشت، نظر پدرم چیز دیگری بود که اصل ایمان و اعتقاد مذهبی و باورمندی آقا سید علیرضا به خدا و پیغمبر است. خوش اخلاق و خوشرو هم که هست. بیشتر فامیلش هم در شهرهای زیارتی و مذهبی عراق هستند و عازم عتبات عالیات میشوی. ما خوشبختی تو را میخواهیم. مامان نرگس هم از کوثر خواست که روی حرف بابا چیزی نگوید، که او خیر و صلاح کوثر را میخواهد. کوثر برای محضر لباس عروس مامانم را پوشید. مهریه خواهرم 1 سکه طلا و 14,000 دینار عراق بود.
بعد از محرمیت آنها هم در منزل پدرم به صرف میوه و شیرینی و شربت و در انتها شام خلاصه یک محفل خودمانی را داشتیم. یک جشن کوچک بدون ساز و آواز که اسلام به خطر نیفتد. پدر و مادرم برای کوثر جهیزیه ای آماده کردند. آقا علیرضا و پدرش آقا یاسر و مادرش زهره خانم همان آینه و شمعدان و کلام الله مجید و حلقه نامزدی و یک سرویس طلا را برای عقد انجام داده بودند. برای عروسی هم طبق صحبتی که شده بود 8 ماه بعد از صیغه آنها برگزار شد. با این تفاوت که داماد و خانواده داماد برای کوثر لباس عروسی نگرفتند، بلکه پارچه ساتن و ابریشم و گیپور سفید خریدند و به مامان نرگس دادند و گفتند برای دخترتان به سلیقه خودتان یک لباس عروس پوشیده و شیک بدوزید. مامان نرگس دست به کار شد و یک لباس عروس با آستین بلند و پوشیده از پارچه ساتن و مقداری گیپور و ابریشم دوخت. از پارچه ابریشم و گیپور سفید اضافه آمده هم یک کت با دامن بلند دوخت که در مراسم پاتختی کوثر به تن کند. جهیزیه عروس را هم به منزلش انتقال دادند. چند روز بعد از آن هم مراسم عروسی و شام عروسی در منزل پدر شوهر کوثر انجام گرفت. همراه با مدح و صلوات و مولودی. روز بعد از عروسی هم پاتختی بود. از عروسی 2 روز نگذشته بود که عروس و داماد برای زیارت به عراق رفتند و به دیدن فامیل‌های آقای داماد رفتند. عده‌ای از آنها برای عروسی نیامده بودند که همانجا هدیه عروس و داماد را به آنها داده بودند. به کوثر طلا و جواهرات و به هر دویشان کفش و لباس هدیه کرده بودند. کوثر و شوهرش بعد از زیارت و سیاحت و ماه عسل زیارتیشان به ایران برگشتند. چند ماهی به حنابندان و عروسی دخترخاله علیرضا فوزی سادات موسویان در بصره عراق بود. کوثر به همراه شوهر و خانواده شوهرش رهسپار شدند. وقتی برگشتند کوثر از آنجا و چگونگی حنابندان و لباس حنابندان به رنگ خوشرنگ قرمز و رقص و پایکوبی و حنا گذاشتن و هدیه دادن به عروس سکه و طلا و غیره برایمان گفت. و ادامه داد در عروسی هم هدیه‌های آنچنانی به عروس داده بودند از طلا و جواهرات و تاج طلا. کوثر با بغض گفت ولی برای عروسی من زورشان آمد یک لباس عروس برایم کرایه کنند. مامان نرگس گفت کوثر جان عوضش بهترین پارچه ها را خریدند و من برایت لباس عروس دوختم و لباس عروست را هر وقت بخواهی در کمد لباس هایت هست. خدا را چه دیدی؟ شاید دختردار شدی و در شب عروسیش لباس عروس تو را پوشید. کوثر گفت مامان نرگس من هم هزاران آرزو داشتم. دوست داشتم از بین صدها مدل لباس عروس در مزون خودم انتخاب داشته باشم. جشن عقد که نداشتم. با لباس عروس شما به محضر رفتم و صیغه جاری شد. لباس عروس را هم خود شما دوختید. خیلی شیک و زیبا شده بود. دلخوری من این است که حتی در روز و شبی که برایم مهم بوده و سرنوشت مرا متحول می کرده است از من نظرخواهی نشد. مامان نرگس گفت این مشکل همه ما زنان است. باید بیچون و چرا بپذیریم. دستور خداست. زنان باید مطیع و فرمانبر شوهرانشان باشند. کوثر گفت ازدواج در اسلام برای زن حکم گروگان را دارد. حقیقت این است که در اسلام شوهر و خانواده شوهر گروگانگیر هستند. دست و پای زن را می‌بندند. زن حق اعتراض ندارد. اصلاً هیچ حق و حقوقی ندارند. مجوز خیانت شوهر به زن را داده است. 4 همسر دائم و تعدادی هم صیغه. اما زن نباید خیانت کند. اگر کرد سنگسار می شود. مجازات می شود. کاش در اسلام برابری بین زن و مرد بود. کاش تک همسری آن هم با عشق و محبت و صمیمیت بین زوجین از اصول تشکیل خانواده در اسلام بود. در قرآن زن را جزو مال و اموال مرد محسوب می کند. حتی زن را حیوان خطاب می کند. زن را در کنار انواع مال و اموال مرد دام و اسب و کشتزار و غیره می آورد. ارث دختر نصف پسر. در واقع زن را ناقص الارث می داند. زن را ناقص العقل و ناقص الایمان خطاب می کند. آن هم به خاطر عادت ماهانه زن که نمی تواند نماز بخواند. می گویند بعد از اینکه ابلیس آدم و حوا را فریب داد و از درخت آن میوه ممنوعه را خوردند، عادت ماهانه شدن حوا تنبیه شدن او توسط خدا بود. به چه دلیل خدا حوا را نبخشید؟ به چه دلیل آدم را بخشید و توبه‌اش را پذیرفت؟ پس بخشش خدا کجا بود؟
خالق هر دو خدا بود. از آنچه را که آفریده بود بی اطلاع بود. مگر در قرآن نمیگوید انسان عجول است؟ اگر مطلع و آگاه بود که آدم و حوا خطا می کنند یا بگوییم حوا خطا می کند، پس به چه دلیل خدا کاری نکرد؟ مگر شیطان را از بهشت اخراج نکرده بود؟ خدا در قرآن نمیگوید انسان کنجکاو است، انسان باهوش است، انسان به دنبال آگاهی و دانش است؟ مامان نرگس گفت: کوثر، با شناختی که از تو دارم یک اتفاقی افتاده است. شوهرت، خانواده‌اش، فامیلش، کسی به تو چیزی گفته است. کاری کردند. کوثر در حالی که اشک‌هایش را پاک می‌کرد گفت: از جهیزیه من ایراد می‌گیرند که فلان چیز را نداری. چرا مادر و پدرت برایت نکردند؟ هر کدام از فامیلشان که یک یا چند لوازم از جهیزیه من بیشتر دارند میگویند فلانی را ببین. به آنها گفتم پدر و مادرم آنچه را که لازم داشتم را برایم مهیا کردند. هر فرصتی که پیش بیاید مرا تخریب و تحقیر می کنند. از اینجا تا عراق و از عراق تا اینجا. میگویند درس دیگر بس است و دانشگاه را رها کن. ما نوه می خواهیم. اگر هم می خواهی به دانشگاه بروی باشد، حرفی نیست، ولی برای بچه دار شدن اقدام کنید. بعد از این همه حرفها به من میگویند نکند مشکلی داری که حامله نمیشوی. خیلی ناراحت شدم. به قدری که همان شب معده درد شدیدی همراه با حالت تهوع داشتم و فشارم خیلی پایین بود. مرا دکتر بردند. با آن حالم توانستم چند کلمه عربی صحبت کنم و علیرضا هم با دکتر عربی صحبت کرد. دکتر گفت چیز خاصی نیست. مسمومیت غذایی است. دارو، سرم و آمپول برایم نوشت و بعد به من گفت به تازگی حمله عصبی داشته ای؟ استرس و تنش داشته ای؟ جواب مثبت دادم. گفت برایت قرص معده هم می نویسم. بعد آن سرم زد. علیرضا و پدر و مادرش مدام به من میگویند تو مریضی. مریضیت را تو و پدر و مادرت از ما مخفی کردید. علیرضا هم با لحن خشنی گفت تو همیشه ی خدا مریضی. عادت ماهانه میشوی باید سرم بزنی. حتی سرماخوردگیت هم با درد سر است. مامان، حرفایش مرا ترسانده است. نکند پای یک زن دیگه در میان است. وقتی هم اعتراض کنم بگوید آیه قرآن است و دستور خدا. من به فرمان خدا عمل کردم. مامان نرگس گفت راه حل این است که بچه دار شوی و به آنها ثابت کنی که مریض نیستی. 1 ماه بعد خبر بارداری کوثر به گوشمان رسید. سال 1383 بود. کوثر به کلاس‌های دانشگاهش میرفت. کارهای خانه اش را هم میکرد. مامان نرگس هم هوای معصومه و سقلوهایش را داشت، هم هوای کوثر. من هم هر کاری که از دستم برمی آمد کوتاهی نمی کردم. جنسیت بچه پسر بود. مامان نرگس و من و کوثر برای خرید سیسمونی به مغازه ها سر می زدیم و هر چه را که لازم بود می خریدیم. در ماه 5 بارداری کوثر او با درد شدیدی روبرو شده بود. بعد هم خونریزی. وقتی کوثر را به بیمارستان بردند متاسفانه اعلام کردند سقط جنین اتفاق افتاده است. کوثر فقط گریه می کرد و ما او را آرام می کردیم. گریه های کوثر هم به دلیل از دست دادن فرزند بود و هم با شناختی که از شوهر و خانواده او داشت دوباره آن حرفای بی منطق خود را تکرار می کردند. کوثر را به اتاق عمل بردند. به دلیل اینکه کوثر خون زیادی از دست داده بود به او خون رسانی کردند. بعد از این جریان همان گونه که کوثر پیش بینی کرده بود حرفای دور از منطق شوهرش و خانواده شوهرش مبنی بر اینکه تو مریضی که نتوانستی بچت را نگهداری شروع شد. هیچ درک و شعور و آگاهی نداشتند که خواهر من بیشتر داغدار است. یک تکه از وجودش را از دست داده است و همین اتفاق هم ناشی از فشار کارهای خانه و استرس و حمله عصبی بود که مسبب آن هم خود آنها بودند. زهره خانم مادر شوهر کوثر زنی بسیار حسود بود. به کوثر خیلی حسودی میکرد. یک بار در همان دوران عقدشان که زیاد هم طول نکشید، به نظرم 7 ماه تا 8 ماه بود، خودم از زبان زهره خانم شنیدم که به علیرضا پسرش میگفت اینقدر کوثر را لوس نکن. زن ذلیل نباش. باید خودش از عهده کارهای خانه برآید. حق این که کمکش کنی را نداری. این حرف پدر شوهرش آقا یاسر هم بود و تایید کرد. همه این مکالمه ها را هم به خیال خودشان در خفا و پنهانی گفتند. من این شنیده هایم را به کوثر نگفتم، ولی خودشان مستقیما به کوثر گفته بودند. حتی اضافه کرده بودند ریخت و پاش زیادی ممنوع، ولخرجی ممنوع. این در حالی بود که علیرضا مداح بود و برای مراسم های عزاداری و سوگواری به شهرستان های کوچک و بزرگ می رفت.
او را از طریق آستان قدس رضوی دعوت می‌کردند. مشهد و قم می‌رفت. هیئت‌ها و حسینیه‌های مختلف هم از او دعوت می‌کردند و پول خوبی هم به جیب می‌زد. کوثر به ما نگفته بود که علیرضا دست بزن دارد تا اینکه صورت کبود او را دیدیم. پاها و دستها و جای جای بدن کوثر سیاه و کبود بود. پدرم به کوثر میگفت نافرمانی شوهر کردی کتک خوردی، مطیع و فرمانبر شوهرت باش. وقتی کوثر از طلاق سخن گفت و ادامه داد دوستش ندارم، نمیخواهم نه او را و نه این زندگی مشترک را، پدرم با فریاد گفت عرش خدا با طلاق میلرزد. با لباس سفید رفتی، با کفن سفید برمیگردی. حرف طلاق را نزن. کوثر گفت عرش خدا از آه مظلوم نمیلرزد. عرش خدا از سیلی خوردن یک زن بی پناه نمیلرزد. عرش خدا از طلاق میلرزد. وقتی همه چیز در اسلام به نفع مرد است، وقتی میگوید زنانتان را کتک بزنید، اصلا میدانید سقط جنینی که داشتم به خاطر کتکی بود که علیرضا به من زد؟ به خاطر آزار و خشونت روحی و کلامی و فیزیکی بود؟ حضرت شوهر فرمودند من میخواهم بروم مجلسی برای مداحی، تو هم بیا. گفتم کارهای خانه زیاد بود و کمردرد شدیدی دارم، میخوام استراحت کنم. آقا به جای اینکه بگوید بریم دکتر، خیالمان از سلامتی بچه آسوده شود، مجلس را نمیروم، مرا کتک زد و گفت پس چرا دانشگاه میروی؟ کمک حال من در کارهای خانه نیست. زورش میآید یک لیوان آب به من بدهد. شبی توی خواب آه و ناله میکردم، فردایش به من میگوید چیزیت بود در خواب آه و ناله میکردی؟ گفتم خب بیدارم میکردی، یک لیوان آب به من میدادی. زورش میآید لیوان آبی که خورده است یا استکان چاییش را در آشپزخانه بگذارد. من با آن حال بارداریم باید این کارها را هم میکردم. برایش اهمیت ندارم. آن طفل معصوم هم برایش اهمیت نداشت. مرا دوست ندارد. دارم از این زندگی زجر میکشم. فکر کردم مداح هست، انسانیت سرش میشود. زنش شدم. شما هم پدر من. نمیخواهد نگران خدا و لرزش عرش او باشی. اگر خدا قدرت مطلق دارد میداند چه کار کند. پدرم گفت نمیتوان که به جنگ خدا رفت. کلام خداست، دستور خداست. زن باید از شوهرش تبعیت کند. کوثر گفت خدایی را که نمیتوان دید و مقر و موقعیتش را هم نمیدانیم، چگونه با آن بجنگیم؟ حتی اگر حرف مرد اشتباه باشد و منطقی و عقلانی نباشد، باید زن از شوهرش اطاعت کند. کاش ملاک خدا و قرآن شایسته سالاری بود و نه مرد سالاری. به کرامت انسانی بها میداد. پدرم گفت کوثر خیلی خودم را کنترل کردم، وگرنه چند تا سیلی آبدار هم از من میخوردی. سر فرصت مناسب هم با علیرضا صحبت میکنم که او چه میگوید. قاضی دادگاه هم اول حرف دو طرف را میشنود، بعد حکم میدهد. کوثر گفت بله، قاضی دادگاه حرفهای زن و شوهر را خوب میشنود و در آخر به نفع مرد حکم صادر میکند و به دروغ بودن حرفهای مرد اهمیت نمیدهد. حتی تحقیقی هم از سوی دادگاه انجام نمیشود. مامان نرگس گفت کوثر جان برو کمی استراحت کن. تا چند دقیقه دیگر هم آقا علیرضا میرسد. با هم شام میخوریم. آقا علیرضا هم چند دقیقه بعد از آن رسید. به اتفاق هم شام را خوردیم. کوثر آماده شد تا به خانه‌اش برود. موقع رفتن آنها مامان نرگس به آقا علیرضا گفت شما هم مثل پسر من هستی. مادرانه یک چیز را بگویم. هوای کوثر را داشته باش. شرایطتان سخت است. هم شما فرزند از دست دادی، هم کوثر. هر دوی شما داغدار هستید. ولی شما مرد هستی و خود را مشغول کار می کنی و اما زن وقتی فرزندش را از دست دهد با همه سرگرمی که برای خودش فراهم کند باز هم مهر مادری در وجودش است. به خصوص آن خانمی که سقط جنین داشته است. بچهش را حس می کرده است. یک تکه از وجودش بوده است. هر دوی شما به یک سفر نیاز دارید. پول که داری. مداحی می کنی. کلی پول به جیب می زنی. به فکر زن و زندگیت باش. به زندگی مشترکتان اهمیت بده. به زنت اهمیت بده. آقا علیرضا با قیافه‌ای حق به جانب گفت من حواسم بیشتر از شما به کوثر است. مامان نرگس گفت پس از این خاطر است که بدن کوثر را سیاه و کبود کردی؟ کوثر که چیزی نگفته بود. موقعی که او حمام رفته بود و برای او آب میوه بردم دیدم. علت را که پرسیدم زد زیر گریه و ماجرا را تعریف کرد. علیرضا گفت دختر شما گفته که روی حرف من حرف زده است. در دین ما باید زن بیچون و چرا حرف شوهرش را بپذیرد. کوثر گفت
حتی اگر آن حرف غیر منطقی و غیر عقلانی باشد؟ با وجود انتظارات و توقعات بیجای مرد از زن، زندگی مشترک یعنی درک متقابل. زندگی مشترک یعنی همکاری زن و مرد. زندگی مشترک این نیست که مرد با پدر و مادرش همراه شود و پشت سر همسرش نقشه بکشند و او را تحت فشار قرار دهند. این زندگی مشترک عاقبتی ندارد، متلاشی می شود. اگر به طلاق هم نرسد، بی‌اعتمادی و نارضایتی را در زندگی مشترک سبب می شود. تو از من حمایت نمی کنی. اجازه می دهی پدر و مادرت به من توهین کنند. سرم داد و بیداد کنند. زن به حمایت عاطفی شوهرش نیاز دارد. پدر و مادرت در زندگی خصوصی ما دخالت می کنند. علیرضا گفت: حالت خوبه؟ توهم زدی؟ پدرم که حرفهای هر دو طرف را شنیده بود گفت: آقا علیرضا، از این به بعد اگر کوثر کاری کرد و یا حرفی زد که خاطر شما را مکدر کرد به من بگویید. بعد هم کوثر را برد گوشه ای دیگر و به او گفت: حرف شوهرت را گوش کن، با او مدارا کن. او هم انسان است، خطا می کند، اشتباه می کند. تو ببخش، تو کوتاه بیا، تو صبوری کن. خدا با صابران است. اگر اتفاقی افتاد یا حرفی زد یا کاری کرد به خدا پناه ببر. سوره والعصر را بخوان، صلوات بفرست، آیت الکرسی بخوان، وضو بگیر و 2 رکعت نماز بخوان. کوثر گفت: بابا، مگه من انسان نیستم؟ من هم انسانم. حق نفس کشیدن دارم. نیاز به تفریح و سفر دارم. نیاز به توجه و محبت از سوی شوهرم دارم. بی توجه و بی تفاوت نسبت به من است. در زندگی مشترک هم زن وظایفی دارد. در زندگی مشترک هم زن وظایفی دارد هم مرد. من تعهد دادم و خودم را نسبت به شوهر و زندگی مشترکم مسئول می دانم. چرا او که شوهر من است و تعهد داده است مسئولیت پذیر نیست؟ من هم ممکن است خطا و اشتباه کنم، ولی این جرأت و جسارت را دارم اعتراف کنم و حتی در صورت نیاز عذرخواهی کنم. با این آگاهی که عذرخواهی زیاد هم عقلانی نیست. پدرم گفت: تو با رفتارت او را خجالت زده کن. بدی می کند به او خوبی کن، به او محبت کن. امیدوارم خدا او را سر عقل بیاورد. خدا به او عقل دهد. سرش به سنگ بخورد. امیدوارم خدا هدایتش کند. یک دیوانه یک سنگ را که در چاه بیاندازد 100 عاقل هم نمی توانند آن را در بیاورند. کوثر گفت: اولا بابا، اینقدر از او بدی دیدم و به او خوبی و محبت کردم که فکر می کند وظیفه هم است. در ثانی، چرا باید من با یک آدم دیوانه که هیچی سرش نمی شود زندگی کنم؟ پدرم گفت: چند ماه آزمایشی راهکارهایی که بهت گفتم را انجام بده. خودت نتیجهش را معجزه‌وار در زندگیت می‌بینی. به او مهلت و فرصتی دوباره بده. با او بحث و جدل نکن. کاری را که از تو می‌خواهد را برایش انجام بده. حتی اگر به قیمت جانت و سلامتی روحی و جسمیت باشد. به هر حال تو زن هستی و دیدگاه اسلام به زن همین است. برو سر خانه و زندگیت. پدرم و کوثر به سمت ما آمدند. من کوثر را بغل کردم و به او گفتم مواظب خودش باشد. کاری داشت به من بگوید. بعد هم گفتم: راستی این همه وقت بابا به تو چی میگفت؟ گفت: سر فرصت مناسب برایم میگوید. و ادامه داد که امشب فهمیدم خیلی تنها و بیکسم. گفتم: تو منو داری؟ گفت: تو هم مثل من هستی. فکر کردم ازدواج میکنم، یک همدم و مونس خواهم داشت. ازدواج کردم، تنها هستم. فکر کردم پدرم دوستم دارد و خوشبختی مرا میخواهد که فهمیدم تنهام. من مقصر شناخته شدم. کوثر همراه آقا علیرضا خداحافظی کردند و رفتند. خبرهای زیادی در زندگی آنها بود ولی کوثر هیچ کلامی نگفت. میدانست اگر حرفی بزند پدرم صدها آیه قرآن و حدیث و روایت می آورد. کوثر بعد از طلاقش ماجرا را گفت که آقا علیرضا در مجردی لواط می کرده است. آن هم با افراد سرشناس مذهبی و هیئتی، طلبه و آخوند، مداح، قاری قرآن، نویسندگان مذهبی و این عمل شنیع را هم در زمان متأهل بودنش هم انجام می داده است. یک روز که به دانشگاه رفته بودم و علیرضا در منزل بود و بر روی مدیح سرایی‌اش کار می‌کرد، من در وسط راه متوجه شدم که جزوه‌ام را در منزل جا گذاشتم. برگشتم و او را در حالت لواط کردن با یکی از دوستانش دیدم. با چیزی که دیده بودم حالت تهوع پیدا کردم. به سمت سرویس بهداشتی رفتم. حالم خیلی بد بود. آبی به صورتم زدم. از سرویس بهداشتی بیرون آمدم. با حوله صورتم را خشک کردم. به سمت اتاق رفتم. در را بسته بودند. در زدم و علیرضا را صدا کردم. در را باز کرد.
سلام کردم و گفتم جزوه‌ام را جا گذاشته بودم. میشه لطفاً بیاری؟ کلاسم دیر میشه. جزوه‌ام را بهم داد. جزوه را گرفتم و تشکر کردم. گفتم من دارم میرم. خداحافظ. علیرضا جلوی رفتنم را گرفت و گفت محض اطلاعت میگویم. اگر از من شکایتی کنی و آنچه را که دیدی را علنی کنی، من میدانم و تو. آبروی تو و خانواده ات را میبرم. بی آبرویتان میکنم. گفتم نمک نشناس. نون و نمک خانوادگی مرا خوردی. من خودم به تو وفادار بودم. کوچکترین خیانتی به تو نکردم. حتی به تو دروغ نگفتم. من و خانواده‌ام کاری نکرده ایم که آبرویمان برود. گفت جدی؟ مرا هنوز نشناختی. با دروغ مصلحتی میتوانم خودم را از مهلکه خطر برهانم. با خدعه و تقیه میتوانم تو و دیگران را فریب دهم. دورت بزنم و تو را حسابی بپیچانم. اگر هم از من شکایت کنی و به دادگاه ببری، در دادگاه به دلیل اینکه مداح سرشناسی هستم مرا تبرئه میکنند. همین لواط کردن در حوزه علمیه بین طلبه ها رایج است. 100% پدرت هم اهلش بوده و هست. حالا که این موضوع را فهمیدی این را هم اضافه کنم. وقتی مجردی مسافرت می رفتم برای مداحی یا زیارت و یا تبلیغ با زنانی که صیغه می کردم رابطه داشتم. توی این 2-3 سال هم که به زندگیم وارد شدی هنوز هم این کار را انجام می دهم. حتی به غیر از تو هم در سوریه هم در عراق و هم در مشهد همسر دائم اختیار کردم. حتی اگر با تو مشهد، سوریه و عراق بروم باید سری هم به آنها بزنم. اصلا چطور است شماها را با هم آشنا کنم؟ اگر هم باز با خودت جای دیگر رفتیم زنانی را صیغه خواهم کرد. در مجردی این کار را می کردم. حالا هم که با تو ازدواج کردم باز انجام می دهم. طبق قرآن و شرع و دین کار خطایی هم نکردم. توی چشمهایم نگاه کرد و علنا اعتراف کرد. گفتم بچه هم داری؟ گفت بله. ریحانه 2 ساله. امیر مجتبی و محمد مهدی که 2 قلو هستند 1 ساله و 1 دختر که به زودی به دنیا می آید. ما شیعه هستیم و باید به فکر فرزندآوری باشیم. گفتم پدر و مادرت اطلاع دارند؟ جوابش مثبت بود. از او خداحافظی کردم و به دانشگاه رفتم. کل مسیر را در فکر بودم. سر کلاس هم حالم خوب نبود ولی باید به خودم می آمدم. علیرضا به کوثر انواع خیانت‌ها را کرده بود. خیانت جنسی، خیانت کلامی، خیانت عاطفی و خیانت در امانت از مهمترین هایش بود. خلاصه زندگی کوثر این بود. در 20 سالگی همسر مردی شد که بیشتر مواقع به بهانه سفر زیارتی و تبلیغ مذهبی در کنارش نبود و در منزل پدرم به سر می برد. سختی‌های زیادی کشید. خانواده شوهرش او را تحت فشار قرار داده بودند که زودتر بچه دار شود. به این دلیل حمله عصبی بدی به او دست داده بود. بر سر همین حمله عصبی از تهمت‌ها و افتراهای شوهر و خانواده اش در امان نبود. به او می‌گفتند تو مریضی. تو و پدر و مادرت مریضیت را از ما مخفی کردید. هرچه کوثر میگفت من مریض نیستم. از فشار و حمله عصبی اینجور شدم. استرس و اضطراب شدید داشتم. بر سر حرفای شما که زود باید بچه دار شوی. لطف کنید به من فرصت دهید. من شاهد سختی هایی که خواهرم معصومه در دوران بارداریش داشت و به حوزه هم میرفت بودم. میخواهم کمی از استرسم برطرف شود. پدر شوهر و مادر شوهرش دست بردار نبودند. مدام میگفتند کوثر خانم خواب دیدیم بچه به بغل هستی. خواب دیدیم یک نوزاد شیر میدادی. خواب میدیدیم نوه‌دار شدیم. اون هم 2 قلو. 1 دختر و 1 پسر. کوثر بعد از اتمام دانشگاه و گرفتن لیسانس معارف اسلامی در نظر داشت که ادامه تحصیل دهد. ولی شوهرش و خانواده او مخالف آن بودند و وظیفه زن را فرزندآوری می‌دانستند. در خانواده‌های مذهبی همه تصمیماتی که مربوط به زن است را مردان می‌گیرند و این گونه از آرزوهایشان خودحافظی می‌کنند و از پیشرفت کردن دور می‌شوند. حتی کوثر که به آموزشگاه رانندگی برای یادگیری و گرفتن گواهینامه اقدام کرد، با قبول شرط و شروط توانست رانندگی کند. شؤونات اسلامی و اخلاقی را حفظ کند. کاملا محجبه با چادر پشت فرمان بنشیند. لباس یا مانتویی بپوشد که آستین آن بالا و پایین نرود و هنگام رانندگی مچ دست و آرنجش آشکار نشود. کوثر به شوهرش گفت من خودم حواسم هست.
کوثر بعد از مدتی صحبت‌هایی در مورد ماشین خریدن با علیرضا داشت که خوشبختانه راضی شده بود. یک پژو پارس سفید رنگ خرید و خود آقا علیرضا هم زانتیای مشکی داشت. بعد از اخذ گواهینامه رانندگی با خودروی شخصی خودش به دانشگاه می‌رفت. در سال 1384 کوثر موفق به گرفتن لیسانس شد. بالاخره با تمام شدن دانشگاه و استرسای ناشی از آن خبر بارداری کوثر همه را خوشحال کرد. کوثر چند ماهی قبل از بارداریش نزد پزشک و متخصص زنان و زایمان رفته بود و به او گفته بود به دلیل سابقه سقط جنین که داشته اید باید برای بارداریتان مواردی را مراعات کنید. خودتان را خسته نکنید. اسید فولیک را حتما مصرف کنید. از استرس و تنش هم دور باشید. دوران بارداری کوثر با سختی‌ها و دشواری‌هایی همراه بود. بالاخره جنسیت جنین پسر مشخص شد. کوثر به پدر و مادرم گفت سیسمونی بارداری قبل من هست، نمی‌خواهد زحمت بکشید. با این حال پدر و مادرم چند دست لباس نوزاد و آنچه را که حس می‌کردند مورد استفاده قرار می‌گیرد را خریداری کردند. من در سال 1382 وارد دانشگاه تهران شدم و در سال 1386 لیسانس الهیات خود را گرفتم. درس و دانشگاه من همزمان با نگهداری 3 قلوها سقط جنین کوثر و در بارداری دومش هم زایمان زودرس در 7 ماهگی بود. نوزاد نارس متولد شده را 20 روز در دستگاه قرار دادند. کوثر چند روزی را در بیمارستان بستری بود. پدر شوهر و مادر شوهرش به اتفاق آقا علیرضا هم به او سر می‌زدند. شوهر کوثر به او برای زایمانش یک دستبند طلا هدیه کرد. اسم فرزندشان را عادل گذاشتند. کوثر نیم ساعت به عادل سر می‌زد، به او شیر می‌داد و شاهد بودم که چگونه برای پسرش گریه می‌کرد. وقتی هم که از بیمارستان مرخص شد، باید نوزاد در دستگاه می‌ماند. دوری مادر و فرزند کوثر را بسیار زجر می‌داد. باید به نوزادش شیر میداد و به همین خاطر خود را به بیمارستان میرساند. کوثر فکری کرد و گفت برای من سخت است که مسیر منزل و بیمارستان را مرتب بروم و برگردم. به این دلیل من در نمازخانه بیمارستان میمانم که نزدیک پسرم باشم. برای خودش مقداری خوراکی مثل میوه و آجیل در کیفش گذاشته بود و غذایی را مامان نرگس و یا زهره خانم تهیه می‌کردند و برایش می‌بردند و یا توسط شخص دیگری به او می‌رساندند. این شخص ممکن بود شوهرش باشد یا من و یا معصومه. شبها هم در نمازخانه بیمارستان می‌خوابید که در دل شب هم سری به عادل بزند. اگر چیزی نیاز داشت برایش می‌بردیم. پدرم نیز در گوش عادل از آن گفته بود. به هر حال 20 روز دلهره آور کوثر گذشت. به منزل پدرم آمد. 1 ماهی را ماند. کوثر خیلی ضعیف شده بود. به بچه هم شیر میداد. مامان نرگس آنچه را که برای شیردهی مفید بود تهیه میکرد و به او میداد. خرما، کاچی 7 مغز، آش، سوپ، آبگوشت، حلیم، ماکارونی و شیر از جمله مواردی بود که برای کوثر مفید بود. بعضی شبها هم آقا علیرضا در منزل پدرم میماند. عجب رویی داشت با اون همه بلایی که سر خواهرم آورده بود. سقط جنین کوثر به دلیل کتک خوردن از شوهرش بود. نمیدانم، شاید هم در زایمان زودرس. بعد از 1 ماه کوثر به منزل خودش رفت. چند هفته بعد هم عقیقه عادل بود. 1 مهمانی در منزل آقا علیرضا گرفته شد و همه فامیل درجه 1 هر دو حضور داشتند. نزدیک 52 نفری بودیم و از آن گوسفندی که برای عقیقه عادل ذبح کرده بودند کله پاچه، دل و جگر و کباب آماده کرده بودند. و مهمانان آنچه را که مورد پسندشان بود میل کردند. آقا حامد گفت من برای عقیقه بچه‌هایم دل و جگر و کله پاچه‌اش را به نیازمند دادم. البته هر پدر و مادر مسلمان که برای فرزندش عقیقه می‌کند خودش بهتر می‌داند. سفره شام را پهن کردند. کوثر و آقا علیرضا از عقیقه نخوردند و به جایش آبگوشتی را که خود کوثر طبخ نموده بود میل کردند. آقا یاسر پدر شوهر کوثر کارمند بانک بود و نانخور پسرش علیرضا نبود. پس با آسودگی تمام همراه همسرشان زهره خانم غذایشان را تناول کردند. داستان چیز دیگه است.
نویسنده هدیه فروزان. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. پدر و مادرم خواستار ازدواج من بودند. چه قبل از ورود به دانشگاه و چه بعد از آن. من آمادگی لازم برای ازدواج را نداشتم. از ازدواج و زایمان چه طبیعی و چه سزارین ترس و هراس داشتم. زایمان هر دو خواهرم را فراموش نکرده بودم، به خصوص کوثر که یک سقط جنین هم داشت. چند نفری به خواستگاریم آمدند که معرف آنها فامیل دور و نزدیک یا دوستان پدر و مادرم بودند. گاهی پدر و مادرم نمیپسندیدند، گاهی خواستگار و خانواده اش و گاهی هر دو. نظر من مهم نبود. اگر پدر و مادرم به خصوص پدرم از فرد خواستگار خوشش می آمد، مرحله دوم استخاره گرفتن با قرآن بود. پدرم وضو می گرفت. قرآن را بر می داشت و آن را می بوسید و با رعایت آداب و رسوم قرآن را باز می کرد و بر طبق آن می گفت بد است، خوب است، میانه است. پدرم برای خواستگاران معصومه و کوثر هم استخاره می گرفت. چند نمونه از استخاره ها. بد است، انجام نده، دچار افراد مادیگر را خواهید شد. بد است، خطر آبرویی دارد. بسیار بد است، حتما ترک شود. بد است، اصلاً مورد مناسبی نیست. بد است، دچار اختلاف و مشکلات زیادی خواهید شد. بد است، متضرر می شوید. بد است، زندگی پر از دعوا و حرف و حدیثی خواهی داشت. بد است، زحمت فراوان و در آخر هم جز پشیمانی حاصلی ندارد. خوب است، انجام بده و با توکل به خدا اقدام کنید. بسیار خوب است، مبارک است، با توکل به خدا انجام دهید. بسیار خوب است، از هر نظر مناسب است، انشاءالله عاقبت به خیر خواهید شد. با وجود اینکه بعضی خواستگارهایم از نظر شغل و خانواده و موقعیت اجتماعی مورد پسند من قرار می گرفتند، ولی وقتی جواب استخاره بد می آمد، جواب پدرم هم منفی بود. اگر جواب استخاره میانه بود، پدرم مجدداً استخاره می گرفت. چند ماهی بعد از ارائه پایان نامه ام که جزئیات آن را در فرصت مناسب برایتان می گویم و اتمام دانشگاه که خودم را برای فوق لیسانس آماده می کردم. یک آخوند که از شاگردان پدرم بود و عمو و پدر او هم آخوند از دوستان پدرم به حساب می آمدند به خواستگاری من آمدند. نامش سبحان طاهر بود. تقریباً همسن بودیم. دوست نداشتم همسر یک آخوند شوم. همین که پدرم آخوند بود برایم بس بود. با جسارتی تمام گفتم نمیخواهم با یک آخوند ازدواج کنم. پدرم فریادی زد و گفت چرا ایراد میگیری؟ ببین چند سالت شده است. مردم پشت سر ما و تو صحبت میکنند. میگویند با این سنش هنوز در خانه پدریش است. حتما مشکلی دارد که ازدواج نمی کند. موهایت هم مانند دندانهایت دارند سفید می شوند. گفتم به مردم چه که من چه کار می کنم؟ موهای من هم سفید نشده است. اگر هم سفید شده باشد ژنتیکی است. اگر کسی مرا دوست داشته باشد با هر عیب و ایرادی که داشته باشم پذیرای من است. پدرم دوباره با داد و بیداد گفت دختر کمی شرم و حیا داشته باش. بعد هم رو به مادرم کرد و گفت حاج خانم نرگس خانم میشنوی دخترت چه میگوید؟ ما کجا کمشان گذاشتیم که اینطور شده اند؟ خودت با من آخوند یک عمر زندگی کردی. از من بدی دیدی؟ نکند چیزی به اینان گفته ای؟ در جواب مادرم گفت حاج آقا من از شما هیچ بدی ندیدم. ولی قرار نیست که نظر و عقیده کوچکترهایمان همانند ما باشد. خودتان را ناراحت نکنید. فشارتان بالا می رود. گفتم از دوران کودکیم تا به حال چقدر همین بابا سرتان داد و بیداد کرده است. سر ما داد زده است و ما را کتک زده است برای نماز و حجاب و پوشش ما. میگویی بدی ندیده ای؟ از طرفی مهریت را هم که نداده است. اندل مطالبه هم بوده است. بعد میگویند ما کجا کمشان گذاشتیم؟ همان موقع که نیاز داشتیم که شما پدر و مادر کنارمان باشید توی همان دوران کودکی رهایمان کردید و عازم حج تمتع و حج عمره و عتبات عالیات و زیارت می شدید.
درسته که فامیل برای ما هیچ چیزی کم نگذاشتند، ولی بودن پدر و مادر یک چیز دیگه است. ما کمبود پدر و مادر را حس کردیم. کمبود محبت داریم. چرا به ما محبت نمی کردید؟ اگر هم می کردید به اندازه نبود. به دلیل دختر بودنمان از محبت و عشق ورزی به ما تفره می رفتید. زن و زندگی و فرزندانتان را به خاطر خدا قربانی کردید. حتی زندگی مشترکتان هم برای الله قربانی کردید. مامان نرگس گفت: زینب، در مورد زندگی خصوصی من و پدرت دخالت نکن. من و پدرت هم تا آنجایی که وظیفه داشتیم برای شما کردیم. در کنارش هم به واجبات دین و فرمان خدا عمل کردیم. پدرم گفت: من و مادرتان برایتان کرده ایم. خوشبختی شما هم می‌خواهیم. ببین معصومه و کوثر ازدواج کردند و خوشبخت شدند. تو هم با آقای سبحان طاهر ازدواج کنی خوشبخت می‌شوی. آدم خوبی است. خداشناس و مؤمن. آینده خوبی دارد. شاگرد خودم بوده است. با پدر و عمویش هم دوست و رفیق بودم. همدیگر را می‌شناسیم. استخاره هم کردم. جوابش را هم که گفتم. بسیار خوب است. خدا یک چیزی می‌داند که جواب استخاره این آمد. به بخت خودت لگد نزن. با اجبار جواب مثبت دادم. قرار شد در منزل پدرم صیغه محرمیت توسط عاقد جاری شود و بعد از آن هم جشن عقدی خودمان با پذیرایی میوه، شیرینی، شربت و در انتها شام. برای خرید مراسم عقد و سفره عقد و آینه و شمعدان و لباس عروس و حلقه و سرویس طلا و غیره به چند فروشگاه مجلل پا گذاشتیم. فروشگاه مزون لباس نامزدی و لباس عروس کلی لباسهای شیک و زیبایی داشت. لباسهای نامزدی با رنگهای مختلف: صورتی، گلبهی، سرخابی، سبز، طلایی، آبی آسمانی، آبی فیروزه‌ای، نقره‌ای، قرمز و زرد. من لباس نامزدی به رنگ آبی فیروزه‌ای را به لباس عروس ترجیح دادم. تم و رنگ سفره عقد هم آبی فیروزه‌ای تعیین شد. مهمانان را تلفنی دعوت کردیم. آن روز رسید. من برای مراسم به آرایشگاه شبنم نزدیک منزل پدرم رفته بودم. شبنم خانم و چند نفر از دستیارانش مرا آرایش و میکاپ کردند. به آنها گفته بودم میخواهم آرایشی ملایم داشته باشم. بعد از چند ساعتی میکاپ و شنیون آماده شدم. شنل را بر سر گذاشتم. به دلیل اینکه هنوز با آقا سبحان طاهر محرم نشده بودم. دایی علی و مامان نرگس با ماشین دنبالم آمدند. مامان نرگس چادر مشکی مجلسی را آورده بود و آن را روی سرم انداخت. تصور کنید با آن آرایش و تاج عروس و شنل، مامان نرگس چادر مشکی را هم روی سرم انداخت. چقدر حالم بد بود. استرس هم داشتم. با آنها به منزل رفتم. در کل مهمانان 70 نفر بودند. آذر خانم، مادر شوهر آینده، آقا محسن، پدر شوهر آینده و آقا سبحان شوهر آینده با بستگانشان رسیدند. آقا سبحان 2 برادر به نامهای احسان و حسین داشت. خواهر شوهر نداشتم. چند دقیقه ای از آمدن آنها نگذشته بود که عاقد هم رسید. من قرآن را باز کردم و سوره نور را آوردم. در هنگام جاری شدن صیغه آقای داماد کنار من در جایگاه نبود و عاقد 3 مرتبه آن عبارت را گفت و مهریه مرا علاوه بر 1 جلد کلام الله مجید و آینه و شمعدان 12 سکه طلا به نیت 12 امام و 110 مثقال طلای ساخته شده عنوان کرد و به عند مطالبه بودن مهریه هم اشاره کرد. بعد از گفتن با توکل به خدا و توسل به 14 معصوم و با اجازه بزرگترها بله، حضار صلواتی را فرستادند و عده‌ای هم دست زدند. آقای داماد هم در سمت دیگر مجلس بله را داده بود و مشغول امضا شده بود. سپس با آن دفتر بزرگ مشکی رنگ و 1 دسته گل به این سمت آمد. تور روی صورتم بود. منتظر بودم داماد بیاید و تور را بردارد و در چشم او بنگرم. مادرم گفته بود که بعد از جاری شدن صیغه اولین کسی را که می‌بینی باید شوهرت باشد. این گونه شگون دارد. اگر به کس دیگری نگاه کنی شگون ندارد. من از جایگاه برخاستم. آقا سبحان تور را از روی صورتم برداشت. پیشانیم را بوسید و دسته گلی پر از گل‌های رز صورتی و سفید را به من داد. گل‌ها را بو کردم. در آن لحظه که نگاه‌های من و او به هم گره خورد، شیفته و دلباخته او شدم. حسی را نسبت به او پیدا کرده بودم که در روز خواستگاری و آشنایی با او نداشتم. دفتر را روی میز قرار داد و گفت باید امضا کنی. من امضاهایم را کرده ام. من هم می‌خواندم و امضا می‌کردم. گفت
اگر بخواهی همه را تک تک بخوانی خیلی وقتت را میگیرد. من هم نخوانده امضا کردم. همه اینها میگوید من تعهد میدهم که فلان. نزدیک به 52 امضا باید بکنی. در هر صفحه 3 بار شاید هم بیشتر امضا کردم. آقا صبحان هم مرتب میگفت سری. صفحه آخر را هم امضا کردم. آقا صبحان دفتر را برد تا تحویل عاقد دهد. عاقد با دیدن امضاهای من به او گفته بود چرا امضاهایش با هم فرق میکند؟ دلیل آن درد گرفتن مچ دستم و انگشتانم و گفتن سریع شوهر بود. هدایایی را هم فامیل از 2 طرف زحمت کشیده بودند و به من و آقا صبحان اهدا می‌کردند. مانند سکه طلا و پارسیان، سرویس کامل طلا و جواهرات، نیمست و گل نقره. 2 نفر از فامیل آنها و 2 نفر هم از فامیل ما از مجلس عکس و فیلم می‌گرفتند. در جشن نامزدی حواشی زیادی بود، از جمله برخورد با تعدادی از مهمانان که قصد رقص و پایکوبی داشتند. چه اشکالی داشت که چند نفری شادی می‌کردند؟ مجلس زنان با مجلس مردان متفاوت بود. پدرم میگفت صدایشان تا مجلس آقایان میآید. پدرم از آقا علیرضا خواسته بود مجلس را در دست بگیرد و چند تا مولودی بخواند و حضار 2 انگشتی دست بزنند که صدای دست زدن زنان را مردان هم نشنوند. صلوات بفرستند. صدای صلوات زنان به گوش مردان در سمت دیگر برسد اشکالی ندارد. صدای دست زدن و شادی زنان نباید برسد. وقتی هم دلیل را بپرسیم میگویند صدای صلوات جمعی زنان اشکالی ندارد. مردان تحریک نمیشوند. وقت شام رسید. شام ویژه عروس و داماد را در سینی گرد بزرگی قرار دادند و دایی علی و آقا حامد و آقا علی رضا آوردند. من سریع حجاب و شنل خود را بر سرم انداختم. آقا صبحان هم به من کمک کرد. آنها برای گرفتن شاباش منتظر بودند. گرچه برای آوردن شام به 3 نفر نیاز نبود. آقا صبحان به هر کدام از آنها 50,000 تومان شاباش داد. هر 3 نفر شاباش‌های خود را گرفتند و رفتند. من و آقا صبحان مشغول خوردن شام شدیم. بالاخره مراسم نامزدی تمام شد و من رسما و شرعاً ازدواج کردم. پدر شوهرم، عموی شوهرم حاج عمو حسن، حسین آقا برادر شوهرم و خود شوهرم همگی آخوند بودند. با این توضیح که هم آقا صبحان و هم برادرش حسین آقا به حوزه می رفتند. آقا صبحان فرزند ارشد خانواده بود. آذر خانم کلاس تفسیر قرآن می رفت. آقا محسن پدر شوهرم هم هفته ای 1 بار دوشنبه شبها جلسه قرآن برای آقایان می گذاشت. از قاریان و حافظان قرآن دعوت می کرد. 5 شنبه شبها هم در منزلش جلسه قرآن برگزار می شد. با این تفاوت که هم خانمها و هم آقایان شرکت داشتند. دعای کمیل و زیارت عاشورا نیز خوانده می شد. در ماه رمضان هم دعای ابو حمزه سومالی در منزلشان برگزار می شد. شام نظری و یا بسته‌بندی نظری شامل کیک و شیرینی، شل زرد، شکلات و 1 میوه که بستگی به فصل داشت را بین افراد شرکت کننده توزیع می کردند. من هم هر کاری از دستم برمی آمد فروگذار نمی کردم. گاهی هم سفره حضرت رقیه که شامل لقمه ای از نان و پنیر و سبزی و شکلات و خرما بود. برای سبزی پاک کردن و بسته‌بندی لقمه ها و شکلات همراهیشان می کردم. خرماها را هم در چند ظرف می چیدند و بعد از خواندن روزه رقیه و دعا بسته‌بندی های محتوی لقمه و شکلات را توزیع می کردند. در طول سال هم نظری های دیگر هم داشتند. مثلا در روز عاشورا برنج و قیمه نظری، شل زرد نظری در 28 ماه صفر، سمنوی نظری در یکی از روزهای دهه فاطمیه و غیره، برگزاری روزه مختص زنان و هم روزه برای همگان. با وجود اینکه همه جوره کمکشان می‌کردم، میگفتند زینب تو کار نمی‌کنی. انقدر برای روزه هایشان، نظری هایشان و اجرای مراسم های مختلفشان، قرآن و دعاهای گفته شده از شدت کار خسته می‌شدم، فشارم می‌افتاد. 1 بار پریدگی چهره‌ام را فامیل شوهرم به خصوص دختر خاله شوهرم منصوره متوجه شدند. منصوره گفت زینب بلند شو، رنگت پریده، برو 1 چیز شیرین بخور. صبر کن خودم برایت می آورم. مادر شوهرم آذر خانم گفت منصوره کی رنگش پریده است؟ منصوره گفت خاله آذر رنگ زینب پریده است، بروم آبقند یا شکلات برایش بیاورم. آذر خانم کمی مرا نگاه کرد و گفت زینب چیزیش نیست، بی خودی او را مریض نکنید. تو هم منصوره نمیخواهد بروی چیزی بیاری. نیرو کم داریم، باید این نظری ها و بسته بندیشان تا نیم ساعت دیگر تمام شود. هر کسی هم خسته شده است کمی دیگر تحمل کند.
از شدت کارهایی که در منزل پدر شوهرم انجام میدادم بدن درد میگرفتم. حتی بعد از عروسی بیشتر هم شده بود. به قدری از پا می افتادم که برای کارهای خانه خودم رمقی نداشتم و به معنای واقعی مریض می شدم. وقتی می رفتم دکتر آمپول تقویتی و چند تا قرص ویتامینه و تقویتی برایم می نوشت، دکتر می گفت ضعیف شدید. وقتی آقا محسن و آذر خانم مرا می دیدند می گفتند از نخوری اینجوری می شوید. به خودتان برسید. در همان اوایل عقدم برادر شوهرم آقا احسان گفت فکر نکن حالا خواهر شوهر نداری خیلی به نفع توست. من و حسین فقدان خواهر شوهرت را جبران می کنیم. از طرفی همه دختر خاله ها و دختر دایی ها و دختر عمه ها و دختر عموها خواهران ما حساب می شوند و برای تو حکم خواهر شوهر را دارند. از همان روزهای پس از عقدم مرا با قوانین منزلشان آشنا کردند. دوست نداریم. بله، من محکوم به این بودم که اگر غذایی باب میلم نبود باید آن را می‌خوردم. بعدها با آمدن دوجاری فهمیدم این قانون مضحک فقط برای من و آزار و اذیت روحی و جسمی من بوده است. چرا که آن دو عروس به دلیل فامیل بودن عزیز کرده پدر شوهر و مادر شوهرشان بودند. یک عروس آنها مرضیه دختر عمه احترام و دیگری راحله دختر عمو حسن. من عاشق ترشیجات بودم. اگر دست را دراز می کردم که مقداری ترشی بردارم با لحن بی‌ادبانه ای می گفتند بوی نفت می دهد. زینب ترشی نخور که بوی نفت می دهد. فکر کرده بودند با بچه طرف هستند و خودشان با نگاه های متحیر من ترشی ها را با چه ولع خاصی می خوردند. حتی وقتی مقداری ترشی کنار بشقاب غذایم می‌گذاشتم که همراه غذا میل کنم، باز همان حرف را به من می‌زدند. همیشه در منزل پدر شوهرم انجام همه کارها به خصوص چیدمان میز با من بود. همه آقایان از جمله پدر شوهرم و برادرهای شوهرم بر مبل لمیده بودند. یکی در حال خودش با تسبیح در دستش بازی می‌کرد. عذر می‌خواهم ذکر می‌گفت. یکی دیگر بر تلویزیون زل زده بود. آن دو نفر دیگر هم بر روی مبل چرت می زدند. هنوز آن دو عروس دیگر به من ملحق نشده بودند. من به معنای واقعی داشتم حمالی می کردم. حس بدی داشتم. انگار مرا به کنیزی گرفته بودند. حتی گوش به گوش من رسیده بود که پدر شوهر و مادر شوهرم انتظار دارند من بعد از اذان صبح و اقامه نماز صبح طلوع نشده به منزل آنها بروم و برایشان صبحانه آماده کنم و بعد از آن به کارهای خانه مادر شوهر بپردازم و ناهاری را هم برای ظهرشان آماده کنم. با ورود آن عروسها وضع بدتر شده بود. آنها حق استراحت کردن داشتند، حق دراز کشیدن و خوابیدن داشتند. ولی وقتی من برای آرام شدن درد کمرم آن هم به اجبار دراز می کشیدم با فریاد آنها که زینب کجاست؟ خوابیدی؟ خواب چه وقته؟ روبرو می شدم. از همان ابتدا که به عنوان عروس وارد منزلشان شدم رفتارشان توهین‌آمیز بود. من خودم را برای ورود مجدد به دانشگاه به منظور کارشناسی ارشد آماده می کردم. پدر شوهر و مادر شوهرم مخالف بودند و از من بچه می‌خواستند. چند باری برای بچه دار شدن اقدام کردیم ولی فایده این نداشت. به من میگفتند تو نازایی، تو مشکل داری، تو مریضی. گفتم من و پسرتان با هم میرویم دکتر آزمایش میدهیم. مشکل از هر کسی که بود درمان میکنیم. یا من مشکل دارم یا آقا سبحان و یا هر دو. به نزد پزشک رفتیم. چند تا آزمایش دادیم. پزشک بعد از بررسی‌های لازم به ما گفت هر دوی شما سالم هستید و می توانید بچه دار شوید. فقط خانم محترم شما استرس دارید و در صدد برطرف کردن آن باشید. گفتم من 2 خواهر بزرگتر از خودم دارم و شاهد سختی کشیدن آنان در دوران بارداریشان بودم. یکی از آنها 3 قلو و دیگری هم 1 بار سقط جنین داشت و بار دیگر هم زایمان زودرس در 7 ماهگی. من خیلی می ترسم. از طرفی هم زایمان طبیعی و هم زایمان سزارین هر دو برایم ترسناک و دلهره آور است. پزشک گفت
شما باید استرس و اضطراب را از خودتان دور کنید. در این رابطه می توانید کتاب‌های روانشناسی با موضوع چگونگی کم کردن استرس و برطرف کردن آن را بخوانید و یا به یک مشاوره در این زمینه مراجعه کنید. آقا صبحان هم در کنار من نشسته بود و به حرفهای خانم دکتر گوش میداد. خداحافظی کردیم و به منزل پدر شوهر رفتیم و به آنان اعلام کردیم که هر دو سالم هستیم. آذر خانم و آقا محسن به شوهر من گفته بودند باید برای بچه دار شدن اقدام کنید تا 6 ماه به شما مهلت می دهیم و توقع داریم این در باز شود و شما 2 نفر بیایید و بگویید دارید بچه دار می شوید. هم پدر شوهر و هم شوهر زینب آخوند هستند. یعنی چه استرس دارد بچه دار نمی شود؟ به زینب بگو بیشتر به خدا نزدیک شود. آقا صبحان کلمه به کلمه حرفهای پدر و مادرش را به من گفتم پدر و مادر تو از کجا می دانند من به خدا نزدیک نیستم؟ باید نوشته ای با دستخط و امضای خدا بیاورم یا بگویم من اینقدر به خدا نزدیک بودم که صدای نفس کشیدنش را هم می شنیدم. شوهر آخوند من با عصبانیت گفت چرا داری کفر میگویی؟ این حرفها چیست؟ کاری ندارد. نظری میکنیم. میرویم پابوس آقا امام رضا یا قم و جمکران میرویم. عتبات عالیات میرویم. بالاخره اینقدر این در و آن در میزنیم که یکی از درها باز شود. به او گفتم بعد سردرگمیش برای هر دوی ماست که کدام یک در را برایمان باز کردند. قباحت دارد که تشکر نکنیم. باید بدانیم یا نه؟ آقا صبحان گفت این همه دعای راهگشا و گرهگشا هست. مثل دعای نادعلی، حدیث کسا، آل یاسین، زیارت عاشورا و غیره. گفتم من سعی می کنم استرس هایم را برطرف کنم. برای بچه دار شدن هم اقدام می کنیم. جریان را به مادرم گفتم. او هم چند تا راهکار به من داد تا انجام دهم. 6 ماه به اتمام رسید و نتیجه ای حاصل نشد. به منزل پدر شوهرم رفتیم. آنها هرچی که از دهانشان بیرون آمد به من گفتند. آخوند جماعت سالم نیست. از نظر عقل و منطق مشکلات عدیده ای دارد. خدعه، تقیه، دروغ مصلحتی، سفسطه و مغلطه کردن و غیره از مشخصات بارز یک آخوند است. و بعد هم گفتند صبحان باید زن مجدد بگیرد تا از او بچه دار شود. زینب خانم شما که عرضه نداشتی. نباید مخالفت کنی. دین و شرع به مرد اجازه می دهد 4 زن دائم و بقیه صیغه اختیار کند. به پدر و مادرم ماجرا را گفتم. آنها هم اقدام عجولانه آذر خانم را پسندیدند و بیان کردند مادر است دیگر. من خیلی تنها و بیکس بودم. یاد حرفای کوثر افتادم. آذر خانم دست به کار شد و برای شوهر من همسری را پیدا کرد. دختر یکی از دوستانش در کلاس‌های تفسیر قرآن را که فاطمه نام داشت برای آقا صبحان پسندید. 1 سالی از من کوچکتر بود. بعد از جاری شدن صیغه و یک جشن مختصر شب زفاف آنها انجام شد. 1 ماه بعد از آن خبر بارداری فاطمه به گوشم رسید و دوباره توهین‌های بی‌شرمانه‌شان حاکی از اینکه فاطمه خانم عرضه داشت، زینب عرضه نداشت. به آقا صبحان گفتم مامان و بابای شما مرا به عنوان عروس نمی‌خواهند، دوستم ندارند. حالا هم که فاطمه خانم حامله است. مبارک تو و مبارک اون باشه. مرا طلاق بده. حرفای تکراری نزن که عرش خدا میلرزد. تن و بدن من بیشتر از عرش خدا دارد میلرزد. با این حرفایی که مامان و بابات به من میزنند که عرضه نداری. یک موقعی از من در مقابل آنها دفاع نکنی چون من تو سپاه یزید هستم. به اندازه دانه جو یک مقدار مرام و معرفت داشته باش. آقا صبحان سکوت اختیار کردند. بعد از مدتی جنسیت بچه دختر اعلام شد. در روز زایمان فاطمه خانم من به همراه مادر شوهرم و آقا صبحان به بیمارستان رفتیم. دختر آنها به دنیا آمد. نامش را حدیث گذاشتند. برای عقیقه او هم کارهای لازم انجام شد. گوسفند ماده‌ای را برای سلامتی و دور از بلا بودن ذبح کردند و آبگوشتی طبخ شد. من، آقا صبحان و فاطمه از آن غذا نخوردیم چون نانخور آقا صبحان بودیم. من مقداری پلو شوید و گوشت درست کرده بودم. من کمک حال فاطمه خانم بودم.
بچه داری با من بود. فاطمه خانم دلواپس فرزندش نبود. فقط به بچه شیر میداد. نقش من دایه بود یا پرستار. خودم هم نمیدانم. وقتی هم شیر فاطمه خانم خشک شد، شیر خشک درست کردن و دادن به بچه به عهده من بود. کمی محبت، کمی مهر مادری. با این گرفتاری ها و مشکلات پدیدار شده قید ادامه تحصیل را زدم. چه آرزوهایی داشتم. وقتی فاطمه خانم بیماری و مشکلی داشت، آقا سبحان به یاد من می افتاد. با حال زار به سراغم می آمد. می گفت خدا را شکر که خداوند عزوجل فکر همه جا را کرده است و لطف بیکرانش را نصیب ما آقایان کرده است و گفته مرد می تواند 4 زن اختیار کند و چند نفر را هم صیغه کند. من که 2 دارم و قصد دارم 3 و 4 را هم بیاورم. بالاخره هرچه زاپاس بیشتر زندگی بهتر. باید آدم عاقل باشد. یک زمانی ممکن است دوران عادت ماهانگشان همزمان شود و دیگر کاری نمیتوان کرد. گفتم خیلی خوش اشتها هستید. حالتان دگرگون نشود. ضمناً این که شما آقایان مسلمان را باید یک زن جمع جورتان کند. از ضعف شماست. بعد اظهار می کنید ما قوی هستیم. هر چیزی را که ببینید تحریک می شوید. حیوان ماده، پرنده ماده، حشرات ماده و دختران و زنان مردم. خلاصه همه چیز شما مردان را تحریک می کند. بعد هم با بیشرمی خودتان را بر زنان مسلط می کنید و زور می گویید. اگر برابری بین زنان و مردان بود، دعواهای خانوادگی و طلاق هم کمتر بود. اسلام با این قوانین ضد بشری و زنستیزی خشونت را در جوامع ترویج می دهد. دعواهای پی در پی زن و شوهر برای گرفتن حق و حقوق که شامل مهریه و نفقه و حضانت فرزند و خیلی موارد دیگر. کدورت و دلخوری و درگیری بین فرزندان، دختران و پسران خانواده بر سر ارث و میراث که دختر نصف پسر ارث میبرد. خودت عادلانه با همسرانت رفتار نمی کنی. عدالت و انصاف این نیست که سراغ مرا نگیری تا زمانی که فاطمه خانم پریود شوند با سراسیمه خودت را به من برسانی. گفت همین است که هست. فراموش نکن تو یک زن هستی و وظیفت این است که شوهرت هرچه گفت گوش به فرمان او باشی. حتی اگر مرد روی شتر هم بود باید خواسته او از جانب همسرش عملی شود. حالا هم تو خواسته مرا عملی کردی. نکردی به پدرت میگویم تمکین نمی کنی. حتی تو را به دادگاه میکشانم و بابت عدم تمکین مجازات خواهی شد. نمیخواستم چنین وضعی شود. درست است که از او و زندگی مشترکم با او رضایت نداشتم، ولی دادگاه‌های خانواده به نفع مرد حکم میدهد. باید حساب شده و عاقلانه برخورد میکردم. با نارضایتی آنچه را که از من میخواست انجام شد. روزی که برای دیدن پدر و مادرم به منزل آنها رفته بودم، با پدرم صحبت کردم و گفتم من و فاطمه خانم هر دو از همسران آقا سبحان هستیم، ولی بیشتر وقتها با اوست. عادلانه بین ما 2 نفر رفتار نمی کند. پدرم گفت باید بچه دار شوی، آن هم پسر. در حال حاضر فاطمه خانم عزیز کرده اوست. باید خودت تلاش کنی و دل او را به دست بیاوری که دلتنگ تو شود. مامان نرگس هم مشابه حرفای پدرم را گفت. استرس های من چندین برابر شده بود. از برخورد آقا سبحان و خانواده اش و فیس و افاده های فاطمه خانم بابت رسیدگی های بی نهایت آقا سبحان به وی خواب و خوراک از من گرفته شده بود. برای بچه دار شدن اقدام کردیم و دوباره نتیجه ای نداشت. به نزد پزشک زنان و زایمان رفتم و با او صحبت کردم. در جواب من گفت شما استرس هایتان بیشتر شده است. باید به فکر خودتان باشید. گفتم همیشه و در همه حال میخواهم گریه کنم. تنگی نفس دارم. شبها به خصوص در هنگام خواب قفسه سینه‌ام درد شدیدی دارد. شبها خوابم نمیبرد. اگر هم بخوابم زود بیدار میشوم. کابوس زیاد میبینم. از چیزهایی که قبلا لذت میبردم الان لذت نمیبرم. قبلا از کتاب خواندن، فیلم و سریال دیدن، پیاده روی کردن لذت میبردم. حالا نه. پزشک گفت مواردی را که به آن اشاره کردی همه به افسردگی مربوط می شود. بهتر است به نزد مشاوره و روانشناس مراجعه کنی و مشکلات خود را بیان کنی. از طرفی کمبود بعضی ویتامین ها هم منجر به افسردگی می شوند. به تغذیه خودت بیشتر توجه کن.
اگر می‌خواهی مادر شوی، بچه دار شوی و بچه خودت را در آغوش بگیری، باید برای خودت ارزش قائل شوی. قرص‌های ویتامینه و مکمل غذایی برایم نوشت و توصیه کرد که حتما به یک روانشناس و متخصص تغذیه مراجعه کن. به یک روانشناس و مشاور مراجعه کردم و از زندگی و مشکلاتم برای او گفتم. خانم مشاور و روانشناس افسردگی و ضعف اعصاب مرا تایید کرد. به من قرص آرام بخش هم گیاهی هم غیر گیاهی معرفی کرد. گفت ابتدا غیر گیاهی را مصرف کن. اگر برایت عوارضی که بر روی کاتالوگ آن ذکر کرده پیش آمد، مصرفش را قطع کن و از قرص گیاهی استفاده کن. می توانی به جای مصرف این نوع قرص ها از دمنوش‌ها و عرقیجات گیاهی استفاده کنی. ولی در مصرف آنها هم نباید زیاده روی کنی. قرص‌ها و دمنوش‌های مورد نظر را تهیه کردم و مصرف می‌کردم. آقا سبحان و خانواده‌اش که از افسردگی من و مصرف قرص‌های مربوط به آن مطلع شدند، به جای درک کردن وضعیت سلامتی روحی و جسمی من، اقدامات بی‌شرمانه‌ای می‌کردند. تنها عامل افتادن من در این بیماری و وضعیت و شرایط روحی و جسمانیم برخورد توهین‌آمیز آقا سبحان و خانواده‌اش بود. پدر و مادرش که تا زمانی از من بچه می‌خواستند به آقا سبحان گفته بودند زینب مریض است، مشکل و اختلال روانی دارد. اگر بچه دار شوید، بچه‌تان هم با اختلالات روانی به دنیا می آید و باعث سردی بیشتر بین من و شوهرم آقا سبحان می شدند. فاصله زیادی بین ما انداختند. افسردگی هم موقت بود. با کمی توجه و محبت به من برطرف می شد. مسبب همه بیماری ها، دردها و غمهایم آنها بودند. کسانی که به من می گفتند درسته که دختر نداریم ولی تو مثل دختر خودمان می مانی. هر وقت هم خواستیم برای احسان و حسین به خواستگاری برویم تو به عنوان خواهر آنها هستی و باید حضور داشته باشی. این در حالی بود که برای خواستگاری رفتن برای پسرانشان که از بستگانشان بودند از من مخفی کردند و به آقا سبحان گفته بودند و به او هشدار داده بودند که زینب خبردار نشود. حتی از صیغه موقت 40 روزه مرضیه و احسان و همچنین راحله و حسین خبر نداشتم و این در حالی بود که آقا سبحان و فاطمه خانم در جریان بودند. از اینکه فاطمه خانم در جلسات خواستگاری حضور داشت یا نه بی اطلاعم، چرا که برایم مهم نبود. چیزی که برای من مهم و ارزشمند بود این بود که من انتظار نداشتم مرا به جلسات خواستگاری ببرند، بلکه فقط به حرمت نان و نمکی که خورده بودیم میگفتند قرار است برای فلانی برویم خواستگاری. من شال و کلاه نکرده بودم ولی ادب و نزاکت حکم می‌کرد که به من اطلاع می‌دادند و من هم برایشان آرزوی خوشبختی می‌کردم. از ریخت و پاش‌های زیادی که برای آن دو عروس کرده بودند نگویم. برای عروسی من یک مهمانی و دور همی در باغ حاج عمو حسن اکتفا کردند. آن هم با لباس عروس بسیار ساده و برای آنان در تالار و باغ تالار عقد و عروسی گرفتند. رفتن به محضر برای صیغه موقت 40 روزه با لباس نامزدی، رفتن به محضر برای صیغه دائم با لباس نامزدی، جشن نامزدی، جشن عقد، حنابندان و عروسی. ماه عسلشان هم زیارتی، سیاحتی و تفریح. سفری به دور ایران با همه وسیله‌های نقلیه. اتوبوس، هواپیما، قطار و کشتی. سفری که هم کویرنوردی داشت و هم دریانوردی. برای تبرک آن هم مشهد، قم، جمکران و شیراز رفته بودند. امامزاده گردی از این سر ایران تا آن سر و برای عسلی ترین ماه عسل به عتبات عالیات هم رفتند. آن وقت ماه عسل من 2 روز آن هم مشهد بود. منزلی هم که ساکن بودم 4 طبقه داشت. 1 طبقه من و آقا سبحان، 1 طبقه برای فاطمه خانم هووی من و آقا سبحان، 1 طبقه برای مرضیه بانو و شوهرش آقا احسان و 1 طبقه برای راحله بانو و آقا حسین. آن طبقه که هووی من ساکن بود قرار بود منزل پدر شوهر و مادر شوهرم باشد که تقدیر آن را 2 دستی تقدیم فاطمه خانم کرده بود. و منزل پدر شوهر و مادر شوهرم در نزدیکی ما بود. از جهیزیه من هم خیلی ایراد گرفتند. بگذریم. یک شب که من و آقا سبحان در مورد زندگی مشترک و آیندگمان صحبت می کردیم،
و از او خواستم هرچه سریعتر آن منزل را ترک کنیم و به منزلی دیگر برویم، حتی شده منزلی را اجاره کنیم، چرا که من دیگر طاقت این زندگی را ندارم که در یک منزل با هوو و 2 جاری‌هایم دوام بیاورم. گفت: چرا این حرف را میزنی؟ اینطوری من دلواپس تو و فاطمه و حدیث نیستم. هر وقت هم لازم باشد در کنارتان خواهم بود. چی از این بهتر؟ غیر از این است؟ گفتم: آقا سبحان، روز به روز استرس من بیشتر می شود. چرا به فکر من و سلامتیم نیستی؟ خب بهترین کار این است که پدر و مادرت بیایند اینجا ساکن شوند و من و تو برویم منزل پدر و مادرت. نزدیک هم هست. گفت: یا رسول الله، قربونتون برم، شما چطور 13 همسر حتی بیشتر داشتید؟ کمکم کنید یا رسول الله، به دادم برسید. گفتم: محمد رسول الله تا تقی به توقی می‌خورد یا در مخمسه ای گیر می‌کرد، یک آیه ای به زبان می‌آورد و می‌گفت خدا فرموده است، کلام خداست، از جانب خدا به او وحی شده است و دهان‌های همسرانش و بقیه را می‌بست. در سن 25 سالگی با خدیجه که نزدیک 40 سال شاید هم بیشتر ازدواج می‌کند. این در حالی است که خدیجه خواهان ازدواج با محمد بوده است و محمد امین علاقه ای به او نداشته است. از طرفی خدیجه یهودی بوده است و 4 دختر از 2 شوهر قبلی خود داشته است: کلثوم، رقیه، زینب و فاطمه. حتی ادعی فاطمه را دختر حاله خواهر خدیجه می دانند که او را به خدیجه سپرده بوده است و تا زمانی که خدیجه زنده بوده است پیامبر همسر دیگری نداشته است و بعد از فوت خدیجه با سوده، عایشه، حفصه و غیره رابطه داشته است که حتی سن عایشه خیلی کم بوده است، 7 یا 8 سال داشته است و چند نفری از همسران او هم در حملاتی که به آنها کرده بودند و پدران و شوهرانشان به دست پیامبر امام علی و زبیر کشته شده بودند در اختیار پیامبر قرار می گرفتند و رضایت آنها هم مد نظر نبوده است. مانند حمله به خیبر و گردن زدن پدر و شوهر صفیه در مقابل چشمهای او و سپس رابطه داشتن پیامبر با صفیه. این کار به دور از انسانیت بوده است. حتی صفیه نتوانسته بوده است برای پدر و شوهرش عزاداری کند. امام علی هم برای رحلت حضرت فاطمه زهرا عزاداری نکرد. 3 روز نشده با دختر زینب خواهرزاده حضرت فاطمه وارد رابطه می شود. این است احترام به زن. این است مقام شامخ زن. پیامبر و امام علی و بقیه مردان بزرگ اسلام تا می توانستند به زن توهین می کردند. الان هم شما مردها دارید همان مسیر تحقیر کردن زن را ادامه می دهید. هرچی باشد من لیسانس الهیات دارم. چند تا از کتاب‌های کتابخانه مدرسه فقهات را خوانده‌ام. شأن نزول آیات را هم می‌دانم. نمی‌توانی با خدعه و تقیه و مغلطه و سفسطه گولم بزنی و بگی نه اشتباه می‌کنی و ماسمالی کنی و مال بکشی. آقا سبحان گفت: خجالت بکش زینب، دختر آخوند، همسر آخوند و دارای لیسانس الهیات چه چیزهایی میگوید؟ گفتم: حقیقت اسلام را میگویم. یک دفعه به من حمله کرد و مرا بلند کرد و به گوشه‌ای پرتاب کرد. من بیهوش شده بودم و او بدون توجه به من و حالم به منزل دیگرش نزد فاطمه رفت. بنابر آنچه که بعدها گفت، تقریبا نیم ساعتی بعد برای بردن کتابی به منزل خودمان می آید که مرا بیهوش در گوشه‌ای از سالن پذیرایی می بیند. چندین بار صدایم می کند. هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهم. به اورژانس تماس می گیرد و موضوع را می گوید. آمبولانس می رسد. تیم اورژانس از او در مورد سوابق بیماری من می پرسند که او هم به افسردگی و استرس های من اشاره می کند. مرا سریع به بیمارستان منتقل می کنند. آقا سبحان به پدر و مادرم و پدر و مادر خودش خبر داده بود. آنها هم به بیمارستان آمده بودند. پزشک متخصص بعد از معاینات اعلام کرده بود که اتاق عمل را حاضر کنند. مرا به اتاق عمل برده بودند. مامان نرگس در همانجا به آقا سبحان گفته بود بین شما و زینب اتفاقی افتاده است. دعوا کردید. چرا از آزار دادن دخترم لذت میبری؟ زینب را مجبور کرده ای در یک منزل با هوو و 2 جاریش زندگی کند. طاقت و تحمل این را ندارد. اگر بلایی سر دخترم بیاید چه؟
بعد از جراحی مغز و برطرف کردن مشکل لخته خون و التهاب به وجود آمده، پزشک و جراح مغز به آنها گفته بود که برخورد جسم سنگین به وجود آورنده این مشکل مغزی بوده است. در حال حاضر هم بیمار شما در کما به سر میبرد. ما وظیفه که خودمان را انجام دادیم، بقیه‌اش به دست خداست. آذر خانم رو به مادرم کرد و گفت: بیماری دخترتان را از ما پنهان کردید. مشکل نازایی و افسردگی هم که دارد. مامان نرگس گفت: شما که سرتون تو قرآن است، بی خودی روی دختر من عیب و ایراد میگذارید. خوب است که دختر من با همین پسر شما رفت دکتر و کلی آزمایش دادند و نتیجه این بود که هر دو سالم هستند. فقط زینب استرس شدید دارد. شما که میدانید، برایتان که گفتم، معصومه و کوثر برای بارداریشان چه شرایطی داشتند. خصوصا کوثر که یک سقط جنین هم داشت و در بارداری دومش هم زایمان زودرس، آن هم در 7 ماهگی. 2 تا 3 سال صبر می کردید. شرایط را فراهم می کردید. زینب هم بچه دار می شد. نه اینکه بروید برای دختر من هوو بیاورید و سریع بعد از هوو آوردن هم 2 جاری برایش بیاورید. و حتی خیلی چیزها را از او مخفی کنید. دختر من نازا نیست. افسردگیش هم به خاطر بی‌توجهی و بی‌تفاوتی‌های آقا سبحان است. آقا سبحان باید مسئولیت پذیر باشد. دختر من شده کنیز و خدمتکار و پرستار بچه. خانه‌داری منزل خودش را بکند، منزل هوو هم برود رسیدگی کند. جاری‌هایش هم که با چه رویی از او انتظارات بیجا دارند. منزل شما هم که می آیند که از هیچ کاری دریغ نمی کند. از هر کاری که از دستش برمی آید می کند. چقدر تحت فشار بوده است. چقدر استرس داشته است. اینجوری زینب را دختر خودتان می دانستید؟ آذر خانم گفت: من به زینب خانم لطف و محبت زیاد کردم. برایش هم خیلی کارها کردم. اصلا سنگ تمام گذاشتم. این است جوابش. کل ایران می دانند من کی هستم. کارهایی انجام دادم که زبانزد تهران و جای جای ایران است. من که بمیرم میفهمید که کی بودم. مامان نرگس گفت: مگه به این هاست؟ اگر کل ایران هم جمع شوند برای مراسم میت و تشییع جنازه، اصل ماجرا چیز دیگه است. به اعمال و رفتار است. به حق و ناس است. دختر من داره با مرگ دست و پنجه نرم می کند. به کما رفته است. معلوم نیست بر می گردد یا نه و من از چشم شما و آقا پسرتان می بینم. در این هنگام معصومه و کوثر می رسند و بحث میان 2 مادر اینگونه به پایان می رسد. به هر حال برای به هوش آمدن من دست به دعا شده بودند و کلی نذر کرده بودند. من در حدود 3 هفته در کما بودم. مامان نرگس خود شاهد حرکت انگشت اشاره و تکان خوردن پلکایم بوده است و پرستار و پزشک را مطلع می کند. من در آن لحظه فراموشی داشتم اینکه من چه کسی هستم، اینجا کجاست. از سردرد و حالت تهوع شکایت می کردم. بعد از هوشیاری هم 3 روز به توصیه پزشک و متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان تحت نظر بودم. داروهایی که ملزم به مصرف آن بودم و پزشک برایم تجویز کرده بود، پدر و مادرم و البته آن جانی و روانی آقا سبحان که باعث و بانی کما رفتن من بود را تهیه کردند و در بیمارستان مصرف می کردم. با وجود اینکه فراموشی داشتم، ولی هر زمان که آقا سبحان به من نزدیک می شد، ترس و استرس زیادی مرا می گرفت. تا جایی که به گریه های شدید می افتادم و حمله عصبی به من دست می داد. پزشک مغز و اعصاب بر این باور بود که این موارد طبیعی است و از یک دکتر روانشناس خواهش کرده بود مرا ببیند و اقدامات لازمه را برای به دست آوردن سلامتی روحی و جسمی من انجام دهد. حتی اگر شده است قرص‌های آرام بخش برایم تجویز کند. مامان نرگس به دکتر از استرس‌هایم، افسردگیم و همچنین حملات عصبی گفته بود. پزشک متخصص مغز و اعصاب و همچنین دکتر روانشناس به پدر و مادرم گفته بودند که در مورد موضوعی مهم باید با آنها صحبت کنند. پزشک به آنها گفته بود آثار ضرب و شتم و کبودی بر بدن و همینطور التهاب و آسیب وارد شده بر مغز همگی ناشی از دعوا و درگیری و خصومت شخصی بوده است و در آن لحظه دختر شما در نزد شوهرش به سر می برده است و این ترس و وحشت از شوهرش هم دلیل محکمی بر این قضیه است. من اگر جای شما بودم فوری بدون هیچ معطلی برای طلاق دخترم اقدام می کردم.
سلامتی فرزند از همه چیز واجب تر است، حتی از حرف مردم و آبرو. دکتر روانشناس هم به این موضوع اشاره کرد و گفت کاملا مشخص است که دختر شما در موقعیت و شرایط بحرانی قرار دارد و اگر سریعاً اقدام نکنید باید منتظر عواقب سهمگین باشید. پدرم که یک آخوند بود و از علم پزشکی و انسانیت و کرامت انسانی و عقل و منطق به دور بود و هنوز به افکار 1400 تا 1500 سال پیش متصل بود، در جواب آنها گفته بود دختر خودم است، میخواهم به این گونه زنده به گورش کنم و از حیات و زندگی و نفس کشیدن و سایر حق و حقوقش جلوگیری کنم. دختر من با لباس سفید به خانه شوهر رفته و با کفن برمیگردد. دکتر روانشناس گفت دختر شما از زندگیش راضی و شاد نیست و این بر روی سلامتی روان و جسم او اثر منفی میگذارد. پدرم دوباره حرفایش را تکرار کرد و گفت اگر دامادم دخترم را کتک زده است، این به دلیل گوش به فرمان نبودن دخترم بوده است. بنابر دین و شرع زن باید از شوهرش فرمانبر و مطیع باشد. مگر زنان شما فرمانبر نیستند؟ پزشک متخصص گفت همان گونه که من مرد حق زندگی کردن دارم، همسرم هم حق زندگی کردن دارد. دکتر روانشناس گفت بله، در زندگی مشترک باید این گونه باشد. زن و شوهر هر دو حق زندگی کردن دارند و مرد بر زن برتری ندارد. هر دو برای رسیدگی به خوشبختی و آرامش و رفاه تلاش می کنند. نه اینکه مرد به زن زور بگوید و به زن بگویند صدایت در نیاید، آن دنیا به تو اجر می دهند. بهداشت و سلامت روان از مهمترین اصول در زندگی زناشویی است. در اینجا مامان نرگس وارد می شود و می گوید من سالها دارم با این مرد زندگی می کنم. من هم به او می گویم ولی کو گوش شنوا. از 3 تا دامادی که دارم 2 نفرشان دسته به زن دارند. آن یکی هم مداح است. این آخوند است و دخترم را به کما کشاند. اگر بلایی سر دخترم می آمد چه؟ نمیگذارد آنها طلاق بگیرند. میگوید عرش خدا با طلاق میلرزد. پدرم وسط حرف مادرم پرید و گفت دخترهای شما اگر جلوی آن زبانشان را بگیرند از شوهرانشان کتک نمیخورند. مامان نرگس گفت سر همین که به دخترت استرس دادند نتوانست باردار شود، در حالی که سالم و تندرست است. چند بار رفتند آزمایش دادند. دامادت چه کار کرد؟ به جای اینکه به دخترت آرامش و آسایش و رفاه برساند برایش هوو آورد. استرس های دخترت بیشتر شد. هوو حامله شد. دختر تو بچه داری کرد. با این مسئله کنار نیامده بود که 2 جاری وارد شدند. با هوو و 2 جاری در یک منزل زندگی می کنند. دست به زن شوهرش را هم اضافه کنیم. من اجازه نمی دهم با این وضعیت پیش رود. پزشک مغز و اعصاب گفت بعضی وقتا به خودم میگویم چرا آدم‌های مذهبی متعصب به خدای خودشان توهین می‌کنند؟ اگر خدا قدرت دارد که جلوی لرزش عرش خود را می‌گیرد، در همین زمین بارها و بارها زلزله روی می‌دهد و انسان‌ها از طریق علم و تکنولوژی پی برده‌اند که چگونه از لرزش زمین در امان باشند. و حتی ساختمان‌هایی با ایمن کامل می‌سازند که با وجود زمین لرزه به آن ساختمان و ساکنانش آسیبی وارد نمی‌شود. در اینجا بود که پدرم به دلیل کم آوردن قصد بلند شدن از صندلی را داشت که دکتر روانشناس گفت این راهکارهایی را که اشاره می‌کنم برای بازگرداندن و تقویت حافظه است که برای دختر شما مفید است. خندیدن، ورزش کردن، استراحت کردن، خوردن مواد غذایی مثل چغندر، کرفس، ماهی سالمون، تخم مرغ، به خصوص زرده تخم مرغ، عدس، ذرت، شیر و به طور کل لبنیات، گوشت قرمز، جگر گوساله، سویا، تخم آفتابگردان، جوانه گندم، بادام زمینی، آرد جو 2 سر و مصرف مکمل‌هایی مانند ویتامین ای، ویتامین C. پس از 3 روز با نظر پزشک از بیمارستان مرخص شدم. داروهایم را به مدت 1 ماه مجدداً برایم تجویز کرد و گفت بعد از اتمام داروها برای معاینه به او مراجعه کنم و اگر هم در این مدت مشکلی پیش آمد با او در تماس باشم. من در منزل پدرم بودم. هنوز مواردی به خاطرم نمی آمد. گاهی هم در راه رفتن مشکل داشتم. سردرد و سرگیجه هم مرا رها نمی کرد.
فامیل برای عیادت من به منزل پدرم می آمدند و چند نفری از آنها بدون مراعات کردن حال من می پرسیدند در زمانی که در کما بودی چیزی دیدی؟ نور دیدی یا تونل نور؟ چه کردی؟ و غیره که بیشتر سبب تشدید سردرد و حالت تهوع من می شدند. داستان چیز دیگه است. نویسنده هدیه فروزان. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. در اینجا در مورد کما چیست و چگونه رخ می‌دهد مطالبی ارائه می‌کنم که امیدوارم برایتان مفید باشد. فردی که در کماست گاهی ممکن است ماه‌ها، سال‌ها یا حتی دهه‌ها پس از بیهوشی هوشیاری خود را به دست آورد. وقتی کما رخ می‌دهد که مغز در نتیجه جراحت، التهاب یا عفونت آسیب ببیند. قبل از اینکه فردی بتواند از کما برگردد، باید مغز او با رشد مجدد نورون‌های آسیب دیده یا تکیه بر سایر شبکه‌های مغزی برای کنترل نواحی آسیب دیده بهبود پیدا کند. در حالت کما فعالیت مغز کاهش پیدا می‌کند. مغز در واقع در حالت کما در پایین‌ترین مرحله هوشیاری خود قرار دارد. عوامل به وجود آورنده کما در فرد عبارتند از آسیب‌های تروماتیک مغزی، سکته مغزی، تومورهای مغز، کما ناشی از دیابت، کمبود اکسیژن، عفونت‌های مغزی و اثر آن، تشنج، سموم و اثر مواد مخدر و الکل. مغز پیچیده ترین عضو و به عنوان فرمانده بدن مرکز کنترل بسیاری از واکنش‌های بدن است و کمترین آسیب به این عضو می‌تواند خسارات جبران ناپذیر حتی مرگ را به همراه داشته باشد. علت به وجود آمدن کما در فرد از کار افتادن قسمت تشکیلات مغز است. این تشکیلات در ساقه مغز به عنوان موتور فعال کننده مغز است. به بقیه ماجرا برگردیم. به مرور زمان فراموشی من برطرف شد و حالم نسبتاً خوب شده بود. ولی سردرد و سرگیجه را داشتم. روزی آقا صبحان برای دیدن من به منزل پدرم آمد و گفت زینب آماده شو تا برویم منزل خودمان. گفتم من هنوز سردرد و سرگیجه دارم و هنوز کاملا خوب نشده ام. داروهایم که تمام شد باید به نزد پزشکم بروم. اگر بهبودی مرا تایید کرد به منزل برمیگردم. باید کسی باشد از من مراقبت و پرستاری کند. مامان نرگس هم گفت آقا صبحان شما که فرصت پرستاری کردن از زینب را که ندارید به حوزه می روید و خلاصه مشغولید. مادر گرامیتان هم که جور دیگری گرفتار هستند. فاطمه خانم هم هوو هستند و باید بچه داری، شوهرداری و خانه‌داری کنند. میماند آن دو جاری که یکی دختر عمه‌تان است و آن یکی هم دختر عمویتان که برای محض رضای خدا هم زورشان می آید یک لیوان آب به دست زینب بدهند. گرچه زینب من هم برای هوو کرده است و هم برای جاریهایش. جبران هم نمی کنند. ما هم انتظاری از آنها نداریم. زینب هم اینجا میماند. البته کمی بیشتر هم میماند تا تکلیفش مشخص شود. از این بلا تکلیفی دخترم را بیرون بیاورید. آقا صبحان گفت کدام بلا تکلیفی؟ مانند زنان دیگر که کنار شوهرانشان هستند زینب هم باید کنار من باشد و هرچه من گفتم بگوید چشم و تمام. مامان نرگس گفت می‌دانید که زینب استرس‌هایش در آن منزل به سبب وجود هوو و جاریهایش و همینطور دخالت‌های پدر و مادرتان در زمینه‌های گوناگون از جمله بچه دار شدن و نشدن او بیشتر شده است. شما هم که شوهرش هستید باید از نظر عاطفی و مالی حامی او باشید. یک زن برای بقا و دوام زندگی مشترکش به محبت و توجه شوهرش نیاز دارد.
به امنیت عاطفی، مالی و جانی نیازمند است. چرا نسبت به سلامتی زینب بی‌تفاوت هستید؟ چرا مسئولیت پذیر نیستید؟ به فکر چاره ای باشید. نزدیک بود زینب را از دست بدهیم. برای شما هم که مهم نیست. آثار کبودی بر بدن زینب مشهود بوده است. پزشکان و متخصص مغز و اعصاب و پرستاران و پرسنل و کادر درمان و همینطور روانشناس مربوطه همگی شاهد آن کبودی بوده اند. عکس‌هایی را هم که از آن کبودی‌ها گرفته اند در پرونده پزشکی زینب ضمیمه شده است. و همه شواهد بر این است که شما آن شب با زینب درگیر شده ای و او را کتک زده ای و التهاب و آسیب دیدگی مغز او و به کما رفتنش هم به خاطر کنترل نکردن عصبانیت شما بوده است. من چگونه دخترم را دوباره به دست تو بسپارم؟ یک چیزی بگو تا قانع شوم خطری از جانب تو و خانواده‌ات و ساکنین آن منزل دخترم را تهدید نمی کند. به خصوص از جانب تو. خانواده‌ات دارند از زینب من به تو بد میگویند و بین شماها را فاصله انداختند. آقا سبحان گفت: یک لحظه عصبانی شدم، ولی تقصیر دختر شماست. اصلاً چون دختر شما پوست روشن و سفیدی دارد، یک اشاره هم که او را بکنم بدنش کبود می شود. مامان نرگس گفت: خیلی ناراحتی، دخترم را طلاق بده. نه خودت را اذیت کن، نه دخترم را. آقا سبحان گفت: زینب زن من است و او را طلاق نمی دهم. مامان نرگس گفت: زینب زن زندگی است، به اندازه کافی سازگاری داشته است. نمیخواهی طلاقش نده، باشد، ولی بر روی اخلاق و رفتارت تجدید نظر کن. اگر در یک منزل جاریها با هم زندگی کنند، باعث کدورت، چشم و همچشمی و دشمنی می شود. اگر مادر شوهر و پدر شوهر هم در یک منزل و با هم زندگی می کردند، شاید با سیاست و تدبیر مادر شوهر از نزاع و درگیری بین جاریها جلوگیری می شد. حالا یک بار دیگر از شما می پرسم. یک چیزی بگو تا من به عنوان مادر قانع شوم که دیگر دستت را به روی دخترم بلند نمی کنی، حتی اگر دخترم مقصر باشد. چرا با کتک می خواهی قدرتت را نشان دهی؟ با صحبت کردن مشکلاتتان را حل کنید. نمی توانید به روانشناس و مشاوره خانواده مراجعه کنید و چگونگی کنترل بر خشم را فرا بگیرید. آقا سبحان گفت: من قسم میخورم به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار و همه مقدسات که دیگر زینب را کتک نزنم. مامان نرگس گفت: زینب، آن قرآن را بیاور. قرآن را آوردم و به مادرم دادم. مامان نرگس قرآن را بوسید و به آقا سبحان گفت: دستت را بر قرآن بگذار و قسم بخور که دیگر دستت را بر روی دختر من بلند نمی کنی. آقا سبحان دستش را بر قرآن گذاشت و گفت: قسم به همین کلام الله مجید که دیگر زینب را کتک نمی زنم و به او صدمه و آسیب نمی رسانم. مامان نرگس گفت: آقا سبحان، شما اعتقاد به آه مظلوم داری. دختر من زینب مظلوم است. هوای او را داشته باش. جای دوری نمی رود. غریبه که نیست. زن و زندگی توست. از او حمایت کن. نگذار دلش بشکند. اشکش را در نیاور. خدا را خوش نمی آید. زینب توی خانه و زندگیت برای خوشی تو هر کاری که از دستش برمی آید انجام می دهد. برای هوو کرده است و بچه او را مانند بچه خودش تر و خوش کرده است و می کند. برای جاریهایش هم خوبی خواسته است، برای آنها هم کرده است. برای مادر و پدر و برادرانتان هم کرده است. آقا سبحان به من گفت: زینب، میخواهی اینجا بمانی یا با من میآیی؟ گفتم: قبلا هم گفتم، هنوز سردرد و سرگیجه دارم. اگر هم به منزل بیایم نمیتوانم کارهای خانه را انجام بدهم و حتی روی پای خودم بایستم. کسی هم که نیست از من مراقبت کند. دست مامان نرگس و آبجی معصومه و آبجی کوثر درد نکند. هوایم را داشته‌اند. غذاهایی که پزشک توصیه کرده بود برایم آماده می کنند. به لطف آنهاست که کمی می توانم راه بروم. من اینجا می مانم تا زمانی که داروهایم تمام شود. سیب و پرتقالی را پوست گرفتم و در بشقابی قرار دادم و تعارف او کردم. سیب و پرتقال را میل کرد. به من گفت:
چیزی لازم نداری برایت بیاورم؟ گفتم نه ممنون. خداحافظی کرد و رفت. چند روز بعد مامان نرگس گفت زینب اگر حالت بهتر شده است کم کم باید نذری که کردم را ادا کنم. گفتم مگر چه نذری کرده اید؟ گفت من 14 بسته نمک نذر کرده ام در امامزاده صالح توزیع کنم. وقتی در کما بودی 2 بسته نمک را به امامزاده بردم و نیت کردم که اگر تو به هوش آمدی و سلامتی خودت را به دست آوردی و روی پای خودت ایستادی 12 بسته نمک دیگر را هم توزیع کنم با حضور تو. البته نظر دیگری هم دارم و آن هم خواندن نماز امام زمان است. یک مجلس زنانه با حضور کلیه فامیل و همسایه و خواندن قرآن و زیارت عاشورا و حدیث کسا. آشرشته ای را هم آماده می کنم. به معصومه می گویم خودش و 2 از دوستانش مجلس را برگزار کنند. هرچه باشد در حوزه علمیه درس خوانده است. گفتم مامان نرگس چه احتیاجی است این همه هزینه کردن و وقت صرف کردن؟ مامان نرگس گفت من نذر کرده ام و باید ادا کنم. گفتم مامان نرگس همه را به زحمت می اندازی به خاطر چی؟ شما ببینید خدا از آینده من خبر داشته است. از رفتار و اخلاق آقا سبحان هم مطلع بوده است. آن وقت خواسته من و او با هم ازدواج کنیم. روز و شب، شب و روز در آن خانه دعوا و درگیری است. جنگ اعصاب و تنش است. مرا درک نمی کند. کتک می زند. به من اهمیت نمی دهد. از آقا سبحان راضی نیستم. کنارش آرام و قرار ندارم. آرامشی کنار او نیست. ازش می ترسم. پشیمانم از ازدواج با او. دوستش ندارم. استرس بهم وارد کرد. هم خودش و هم خانواده‌اش. هوو سرم آورد. هوو بچه دار شد. خدایی که از اینها آگاه بود و میدانست اوضاع زندگی من با آقا سبحان چگونه است به چه دلیل مرا بدبخت و بیچاره کرد. من که همه لحظاتم شاکر خدا بودم. شکرگزار بودم. در هر لحظه به یاد خدا بودم. ذکر و دعا می‌خواندم. این حقم نبود. قبل از اینکه سرم هوو بیاید چقدر برای بچه دار شدن نذر و نیاز کردم. جواب نداد. به چه دلیل خدا جوابم را نداد؟ به چه دلیل خدا صدای حق حق گریه مرا نشنید؟ به چه دلیل آنهایی که به من ظلم کردند پابرجا و برقرار هستند؟ خیر و صلاح من از ازدواج با آقا سبحان کتک خوردن بود، افسردگی بود، آزار و اذیت و زخم زبان بود، بچه دار نشدن و ورود هوو بود. نگاه‌هایشان، لحن و گفتارشان و زنگ صدایشان همگی عذاب‌آور است. این خدا کجاست؟ منتظر چیست؟ چنان مرا پرتاب کرد که از هوش رفتم. به کما رفتم. من چقدر گفتم نمیخواهم با آخوند ازدواج کنم. بفرمایید تحویل بگیرید. مامان نرگس گفت برو 2 رکعت نماز شکر بخوان. سجده شکر انجام بده. خدا دوباره تو را به ما داد. وگرنه دور از جونت خدا به دور باید می آمدیم. لعنت بر شیطان. ببین زینب تو الان به لطف خدا زنده ای. چیزی مثل معجزه تو را برگرداند. گفتم مامان نرگس اگر این معجزه است پس خدا می توانسته برایم معجزه ای کند و بچه دار شوم. دشمنانم را از سر راهم بردارد. تحمل کردن درد و رنج و شکنجه کجا اسمش معجزه است؟ اگر میشد از آقا سبحان جدا شوم که قطعاً با شناختی که از بابا دارم نمیگذارد. کوثر را ببینید از زندگیش راضی نیست. کاش مرده بودم و اعضا و جوارح مرا اهدا می‌کردید. چند روز دیگر دوباره مجبورم به آن خانه بروم. اگر دوباره دستش را روی من بلند کرد چه؟ مامان نرگس گفت بی خود کرده است. خودم آن 2 دست و پاهایش را می‌شکنم. گفتم مامان خودت 1 عمر با همین جماعت زندگی کرده ای. اینقدر پررو و بی حیا هستند که تا قرون آخر دیگه را هم میگیرند. میخواهی دستها و پاهایش را بشکنی؟ آنها زورشان به زن میرسد. برای آنها کتک زدن و زور گفتن به جنس مخالفشان کاری ندارد. خدا هم تشویقشان میکند. مامان نرگس گفت در حضور تو و من دستش را روی قرآن گذاشت و قسم خورد که دیگر به تو صدمه این نمیزند. گفتم مامان نرگس اینان کارشان خدعه و تقیه است.
مامان نرگس گفت میخواهی به پدر و مادرش در مورد کتک کاری و به کما رفتن تو صحبت کنیم؟ گفتم خودم به آذر خانم در یک فرصت مناسب میگویم. مامان نرگس گفت خب اگر حالت مساعد است یک روز به امامزاده صالح برویم و نذری که دارم را انجام دهم و جلسه زنان را هم برگزار کنیم. گفتم مامان نرگس اجازه دهید داروهایم را مصرف کنم و بعد از تمام شدن داروهایم با دکتر مشورت کنم و به امامزاده صالح برویم. مامان نرگس قبول کرد. گفتم مامان نرگس نذری هایی را که مردم میخورند چرا هیچ فایده ای برایشان ندارد؟ مثلا فردی سرطان یا بیماری خاصی دارد. چرا آن نذری نجاتش نمیدهد؟ مگر به نیت سلامتی و شفا نمیخورند؟ فردی که کلسترول خونش بالاست با خوردن نذری کلسترول او پایین نمی آید، نرمال نمی شود. همین مثال را برای فردی که فشار خون بالا دارد و یا ناراحتی قلبی دارد و یا دیابت دارد و یا هر بیماری دیگر دارد را می توان آورد. چرا افراد بیمار حتی با خوردن نذری باز مجبور هستند دارو مصرف کنند؟ مامان نرگس گفت خواست خداست. هیچ برگی بدون اذن خدا از شاخسار نمی افتد. فراموش نکن باید استراحت کنی. داروهایت هم دیر نشود. خودت را بیش از این خسته نکن. حق با مادرم بود. به مامان نرگس گفتم من که آخرش جواب خودم را نگرفتم ولی باید داروهایم را مصرف کنم و کمی استراحت کنم. به اتاقم رفتم و مادرم هم به آشپزخانه رفت و همچنان به پرسش من در رابطه با نذری، بیماری و مصرف دارو فکر می کرد. نظر شما چیست؟ در این بخش اشاره کوتاه خواهم داشت بر پایان نامه ام با عنوان آخوند، قدرت آخوند، آخوندگرایی که آن را ارائه دادم و با حواشی زیادی همراه بود. موضوع پایان نامه: آخوند، قدرت آخوند، آخوندگرایی در ایران. نوشته زینب السادات بنی حکیم. مفهوم شناسی آخوند. آخوند در کنار شیخ و ملا اصطلاحی به معنای روحانی مسلمان است که به ویژه در کشورهایی مانند ایران، عراق، جمهوری آذربایجان، بنگلادش و افغانستان به کار می رود. آخوند، ملا، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله و آیت الله العظمی و حتی امام از القابی است که به روحانیون داده می شود. لباس روحانیت پوشش رسمی روحانیون شیعه است. عمامه، عبا، قبا یا لباده اجزای اصلی این لباس هستند. این لباس پس از دوران صفویه به عنوان نماد روحانیت شیعه تبدیل شده است. بنابر اعتقاداتی که نسل به نسل منتقل شده است، مردم جامعه معتقد هستند که پیامبر صلی الله و امامان معصوم نیز از عمامه و عبا استفاده می کردند. شیعیان برای این لباس به جهت انتخابش به بزرگان دین قداست و احترام قائلند. در واقع به لباس روحانیت و آخوند لباس پیامبر میگویند و از نظر عده‌ای از مردم احترام به این لباس اهمیت بسیار دارد. اگرچه در منابع و گزارش‌های تاریخی تفاوت‌های اساسی لباس پیامبر با لباس روحانیت کاملا مشهود و واضح است. لباس پیامبر همان لباسی بوده است که در زمان او همه مردان به تن می‌کردند. لباس روحانیت پوششی است که غالباً دانش آموختگان علوم دینی پس از یک دوره فراگیری عمومی معارف دینی در حوزه‌های علمیه شیعه آن را می‌پوشند. این لباس را معرف جایگاه و نقش اجتماعی روحانیت دانسته و از آن به عنوان لباس سازمانی روحانیون شیعه یاد می‌شود. بعضی عالمان شیعه این لباس را دارای جایگاهی ویژه و لباس خدمت بدین و امام زمان توصیف کردند. عمامه قطعه پارچه‌ای است که چندین بار آن را به دور سر می‌بندند. به دو رنگ سفید و مشکی موجود است. عمامه سیاه را سادات و سفید را غیر سادات استفاده می‌کنند. عبا پوشش گشاد و بلند است که روی لباس‌های دیگر به دوش می‌اندازند. قبا و لباده پوشش بلندی است که عبا روی آن قرار می‌گیرد و بر روی پیراهن می‌پوشند. یقه لباده کاملاً بسته است.
دشداشه پیراهن بلندی است با یقه‌ای که به یقه آخوندی مشهور است و آن را زیر قبا و یا بدون قبا می‌پوشند. نعلین کفشی است مانند دمپایی جلو بسته. البته روحانیون در سالهای اخیر کمتر از آن استفاده می‌کنند. آخوند یا ملا واژه‌ای متداول در ایران به معنی پیشوایان دینی و معلم علوم شرعیه یا فردی که از طریق دین امرار معاش می‌کند و گویند از عهد تیموریان در کشور رایج شده و منبع و مبدأ این کلمه به وضوح روشن نیست. علی اکبر دهخدا احتمال داده که مخفف آقا و خوند به معنی خداوندگار باشد، مانند میرخواند و خواندمیر. آخوند واژه‌ای فارسی به معنی دانشمند، پیشوای دینی و معلم است که نخستین مورد کاربرد این واژه در ایران برای روحانیون دانشمند به دوره تیموریان مربوط می شود. در فقه و اصول منظور از آخوند محمد کاظم خراسانی است. در فلسفه به ملا صدرا آخوند اطلاق می شود و در عرفان منظور از آخوند ملا حسین قلی همدانی است. ملا عباس تربتی معروف به حاج آخوند و محمد کاشانی معروف به آخوند کاشی هستند. مترادف آخوند عبارتند از روحانی، روضه‌خوان، شیخ، عالم، فقیه، ملا، مدرس و معلم. در عرف و میان مردم آخوند عالم روحانی، پیشوای مذهبی و واعظ و سخنران امور مذهبی شناخته می شود. حوزه علمیه نهادی آموزشی و مذهبی که در زمینه آموزش علوم دینی و آماده سازی افراد برای دریافت مقامی مذهبی با عنوان روحانی فعالیت می کند. آخوند کیست و کارش چیست؟ متخصص دین و دخالت او در اموری همچون امور اجتماعی، امور سیاسی و فرهنگی و مسائل خانواده در کشور ایران و همچنین دخالت او در امور سیاسی کشورهای دیگر به خصوص خاورمیانه و حوزه خلیج فارس و اهمیت دادن به امت اسلامی به جای ملت ایران. چگونگی شکلگیری آخوند در ایران؟ از دوران صفوی روحانیت به شکل یک طبقه اجتماعی وارد جامعه ایران شد و این کشور به شکل جدی از دوران قاجاریان به روحانیگرایی روی آورد. تشیع در دوران صفوی در ایران رسمی شد که بر زندگی مردم در موقعیت‌های گوناگون مثل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانه و خانواده، آموزش و غیره تا به امروز تأثیر داشته است. با دعوت سلسله و حکومت صفویه از علمای شیعه در جبل عامل از بسیاری از علما و در رأس آنان محقق کرکی در جهت تقویت، تثبیت و نشر شیعه‌گری به ایران هجرت کردند. فقه شیعه به فقهی حاکم تبدیل شد. بنابراین آغاز روحانیت و آخوندگرایی در ایران به دوران صفویه باز می‌گردد که تبدیل به یک نهاد در ایران شد و مرجعیت تقلید پدیدار گشت. بر این اساس از دوران صفویه تا به امروز روحانیت در ابعاد گوناگون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دخالت می‌کند و امروز در ایران دخالت این قشر در زندگی خصوصی مردم و حریم خصوصی آنان فزونی یافته است. در دوران قاجار نیز در برهه‌های مهم و حساس روحانیت تأثیر خود را بر جامعه و حکومت گذاشته بود. مانند ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی به فرمان وی. برکناری امین سلطان از صدارت مظفرالدین شاه با مخالفت و مبارزه سید عبدالله بهبهانی و شیخ فضلالله نوری. تخریب ساختمان بانک استقراضی روس در بازار تهران که در زمین وقفی ساخته شده بود به فرماندهی محمد واعظ. مهاجرت و تحصن علما در حرم حضرت عبدالعظیم و تاریخ مشروطه و هجرت صغرا. تظاهرات سال 1324 که موجب تقابل جدی دولت عین‌الدوله با مردم شد و به جمعه خونین معروف است. مهاجرت 3000 نفری از روحانیون. هجرت کبرا که منجر به صدور و فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه و مشروطیت اول شد. در دوران رضاشاه وضع زنان کشور بهبود یافت. سنت حجاب زنان منع شد. حداقل سن ازدواج افزایش یافت.
قوانین سختگیرانه مذهبی طلاق منصفانه تر شدند. احداث دانشگاه تهران، سامان دادن وضع بهداشت در ایران، ساخته شدن بیمارستان‌های مجهز در تهران و سایر استان‌های ایران، ساخت زیرساخت‌های مدرن ایران همچون نیروگاه، کارخانه‌های نوین، سیستم ترابری جدید، سیستم ارتباطات انسانی، نهادهای مالی و ادارات، فناوری در بسیاری از عرصه‌ها و از جمله کشاورزی، سوادآموزی در ایران، ساخت مدارس و سیستم آموزشی در آموزشگاه‌های نوین بر پایه کشورهای اروپایی، گسترش یافتن سواد و سوادآموزی در بین ایرانیان. شناخت و آگاهی رضاشاه از آخوند و برخورد جدی و سختگیرانه بر آنان. برخورد محمد رضاشاه فرزند رضاشاه با روحانیت کاملاً متفاوت بود. هرچند یقیناً محمد رضاشاه برای این اقداماتش دلایلی داشته است. به هر حال شاید اگر هر کدام از ما هم جای او بودیم همان اقدامات را انجام می‌دادیم و چه بسا فراتر از او. اگر از آزادی آخوندها کم می‌کرد و آنها را محدود می‌نمود، از مردم ناآگاه و بی اطلاع سوء استفاده نمی‌کردند. در زمان محمد رضاشاه آخوندهای درباری هم وجود داشتند و به حضور او می‌شتافتند و با او دیدار می‌کردند. محمد رضاشاه فردی مذهبی بود و اعتقادات مذهبی داشت. برای زیارت به حرم امام رضا و حج می‌رفت، ولی اهل افراط در این زمینه نبود. دوستدار ایران و ایرانی بود و آرزویش پیشرفت و آبادانی ایران بود. در حال حاضر وضعیت بگونه است که آرزوی حکمرانان گسترش و آبادانی و وسعت دادن صحن حرم امام علی و ذریح‌سازی برای امامان و ابوالفضل عباس و کمک‌های مالی و دادن تسلیحات نظامی به تروریست‌های اسلامگرا در عراق، سوریه، یمن، غزه و فلسطین و بر این اقدام خود افتخار می‌کنند و آن را کمک به امت اسلامی می‌دانند. حال اینکه در مرحله اول رفاه، آرامش، امنیت جانی، امنیت مالی، وضعیت مطلوب اقتصادی، آموزش و پرورش برای ایران در داخل کشور است. کمک به مردم کشورهای دیگر امری نیکو و پسندیده است، اما ابتدا به ملت ایران و آن دسته از ایرانیانی که نیازمند هستند کمک شود. در زمان محمد رضاشاه اصلاحات ارضی، حق رأی زنان و تظاهرات 15 خرداد و مخالفت روحانیون با اقدامات حکومت محمد رضاشاه موجب شد تا آنان علیه برنامه‌های شاهنشاهی پهلوی اعتراض کنند تا جایی که انقلاب 57 شکل بگیرد. با انقلاب 1357 که روحانیون مهمترین نقش را در آن داشتند و نظام حاکم آن به جمهوری اسلامی تغییر یافت، دخالت‌های روحانیون و وابستگان آنان در همه امور فزونی یافت تا جایی که در پست‌های دولتی و کشوری مشغول شدند. با وجود اینکه تخصص و مدیریت کافی نداشتند و کشور را به ورطه نابودی و سقوط کشاندند. فقر، فلاکت، فساد، فحشا، تنفروشی، نابودی محیط زیست و حیات وحش، افزایش آمار اعتیاد، خودکشی و طلاق از دستاوردهای انقلاب شکوهمند 1357 و حکمرانی آخوند است. پیش از انقلاب 1357 در ایران، روحانی ممکن بود قاضی یا محضردار باشد، اما بعد از انقلاب 1357 دخالت روحانیون در همه ارگان‌ها و سازمان‌ها وجود دارد. در کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی، ادارات دولتی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تیم‌های ورزشی و باشگاه‌ها، بانک‌ها و غیره حضور دارند. به عبارتی با نام‌های نمایندگی ولی فقیه یا نام‌های دیگر بر مدیریت کارها و پرسنل در اکثر سازمان‌های فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی دخالت می‌کنند. حتی عده‌ای از روحانیون که با بعضی اقدامات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی و فرهنگی حکومت معترض بودند، با مجازات‌های سنگین مانند زندان، تبعید و خلع از لباس روحانیت محکوم شدند. در این سالها شاهد گسترش یافتن نسل جدیدی از جوانان غیر مذهبی و غیر دینی در خانواده‌های کاملا مذهبی در ایران هستیم. نرفتن به مساجد، حسینیه‌ها، روزه‌ها و تعزیه‌ها، انجام ندادن واجباتی چون نماز خواندن و روزه گرفتن. اعتقادی به وجود امام زمان ندارند، چه برسد به ظهور ایشان.
شک داشتن به بسیاری از باورها و اعتقادات مذهبی به خصوص وجود خدا، بهشت و جهنم، پل صراط، قیامت، امداد غیبی، معجزه و غیره. پرسشی که مطرح است این است که چرا در کشوری مثل ایران که حکومتی اسلامی دارد و نام حکومت را جمهوری اسلامی گذاشته‌اند و در همه ارگان‌ها و سازمان‌ها به خصوص در آموزش و پرورش رعایت شؤونات اسلامی الزامی است و بر پایه قوانین اسلامی انجام می‌گیرد، چنین شک‌گرایی و بی‌باوری و بی‌اعتقادی را شاهد هستیم؟ جواب: تعصب‌های مذهبی به وجود آورنده خشونت و نزاع، درگیری لفظی و کلامی، تکبر و فقر فروشی، کینه‌ورزی، بی‌احترامی و بی‌حرمتی به اشخاص تنها به دلیل افکار و عقایدشان، تخریب دیگران، حرف‌های تمسخرآمیز و فحاشی، دامن زدن به اختلافات بیشتر و در نهایت ایجاد جنگ خونین خواهد بود. مهمترین موارد شکلگیری باورها و اعتقادات فرد عبارتند از پدر و مادر و به طور کلی خانواده، تجربیات شخصی، آزمایشات شخصی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، تحصیلات و آموزش و پرورش و رسانه‌های اجتماعی و خبری. به این ترتیب فردی که در کشور ایران تحت سلطه آخوند و نظام آخوندی زندگی می‌کند، پس از مدتی با تناقض‌گویی‌های آخوندها روبرو می‌شود که این مسئله شک‌گرایی را در وی تقویت می‌کند. اگر این فرد اهل دانش و مطالعه باشد، با خواندن چند کتاب و چند مقاله مذهبی و غیر مذهبی به خدعه و تقیه آخوندها پی خواهد برد تا جایی که سبب بی‌اعتمادی و تنفر مردم از آخوند و روحانیت شده است. این مختصری از ارائه پایان نامه‌ام بود که از چند کتاب و مقالات و سایت‌های مذهبی و تاریخی بهره برده بودم. استاد راهنمای من آقای مسعود سازنده از دوستان پدرم محسوب می‌شد. به من گفت: از تو که دختر آخوند هستی انتظار چنین پایان نامه ایران نداشتم. بهتر بود رشته دیگری را انتخاب می‌کردی. باید می‌رفتی رشته تاریخ یا باستان شناسی. من به تو چه نمره‌ای بدهم؟ گفتم: استاد، من حقایق جامعه را بیان کرده‌ام. خودم دختر یک آخوند هستم و تجارب خودم را نیز به عنوان محقق و نویسنده آورده‌ام. منابع تحقیق و پژوهش خود را هم ذکر کردم. مشکل کجاست؟ گفت: مشکل این است که تو به روحانیون و لباس روحانیت توهین کرده ای. من دو پیشنهاد برایت دارم. یکی این که مواردی را باید حذف کنی که علامت گذاری کردم. دیگری این که تا زمان داری موضوع پایان نامه ات را تغییر بده. اگر کاری که گفتم را انجام ندادی، هم نمره ات را نمیدهم و هم به پدرت در مورد پایان نامه ات میگویم. گفتم: من در پایان نامه ام به کسی یا چیزی اهانت نکرده‌ام. گفت: آنجایی که از اقدامات رضاشاه و محمد رضا شاه نوشتی و از آنها تمجید می‌کردی و از عملکرد آخوندها انتقاد می‌کردی. گفتم: استاد، آنچه را که در تاریخ ثبت شده است نوشتم. نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم. گفت: آنچه را که گفتم انجام بده. فقط 2 ماه به تو فرصت جبران می‌دهم. از این فرصت نهایت استفاده را بکن. یا پایان نامه ات را با موضوعی دیگر ارائه می دهی و یا همین پایان نامه ات را اصلاح می کنی و تحویل می دهی. نگاهی به پایان نامه ام انداختم. بیشتر مطالبی را که نوشته بودم توسط استاد سازنده علامت گذاری شده بود. چاره ای نداشتم. دوباره باید از صفر شروع می کردم. موضوع پایان نامه حجاب و پوشش. امروز واژه حجاب در زبان عامه مردم و متون فقهی به معنای پوشش شرعی زنان به کار می رود. حجاب در لغت به معنای مانع، چیزی که بین 2 چیز جدایی افکند، پوشاندن و پوشش است. کلمه حجاب از نظر اصطلاحی وجود و ماهیت اسلامی دارد، به این معنی که به پوشش زنان در اسلام حجاب میگویند. حالت پوشیده بودن را پوشش میگویند. معنای لغوی پوشش عبارت است از پوشاندن چیزی، هر چیزی که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک، لباس، محافظت. انسان در آغاز برای پوشاندن بدن خود از چیزهای طبیعی استفاده می‌کرد. نقل است که نخستین بار حضرت آدم و حوا برای پوشاندن برهنگی بدنشان از برگ درختان استفاده کردند. پوشش زنان در ایران باستان به پوشش زنان در ایران از تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران اشاره دارد. پیکره‌ها، نقاشی‌ها، حجاری‌ها، سنگ‌تراشی‌ها و نوشته‌های باقی مانده از آن دوران حکایت از توجه به امر پوشش توسط زنان در ایران باستان دارد. در زمان قاجاریه مذهب بین مردم بیشتر رواج پیدا کرده بود و زنان از پوشش کامل چادر استفاده می‌کردند.
تاریخچه حجاب در ایران مانند سایر تمدن‌های باستانی تا هزاران سال قبل از میلاد مسیح قدمت دارد. حجاب در ایران از دوران باستان میان زنان رایج بوده است. در عربستان کنونی آیین بت‌پرستی رواج زیادی داشته. ادیان آسمانی نیز پیروانی در میان اعراب داشتند که در مناطق گوناگون آن پراکنده بودند. یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و حنیف. دوستدار ایران و ایرانی بود و آرزویش پیشرفت و آبادانی ایران بود. در حال حاضر وضعیت بگونه است که آرزوی حکمرانان گسترش و آبادانی و وسعت دادن صحن حرم امام علی و ذریح‌سازی برای امامان و ابوالفضل عباس و کمک‌های مالی و دادن تسلیحات نظامی به تروریست‌های اسلامگرا در عراق، سوریه، یمن، غزه و فلسطین و بر این اقدام خود افتخار می‌کنند و آن را کمک به امت اسلامی می‌دانند. حال اینکه در مرحله اول رفاه، آرامش، امنیت جانی، امنیت مالی، وضعیت مطلوب اقتصادی، آموزش و پرورش برای ایران در داخل کشور است. کمک به مردم کشورهای دیگر امری نیکو و پسندیده است، اما ابتدا به ملت ایران و آن دسته از ایرانیانی که نیازمند هستند کمک شود. در زمان محمد رضا شاه، اصلاحات ارضی، حق رأی زنان و تظاهرات 15 خرداد و مخالفت روحانیون با اقدامات حکومت محمد رضا شاه موجب شد تا آنان علیه برنامه‌های شاهنشاهی پهلوی اعتراض کنند تا جایی که انقلاب 57 شکل بگیرد. با انقلاب 1357 که روحانیون مهمترین نقش را در آن داشتند و نظام حاکم آن به جمهوری اسلامی تغییر یافت، دخالت‌های روحانیون و وابستگان آنان در همه امور فزونی یافت تا جایی که در پست‌های دولتی و کشوری مشغول شدند. با وجود اینکه تخصص و مدیریت کافی نداشتند و کشور را به ورطه نابودی و سقوط کشاندند. فقر، فلاکت، فساد، فحشا، تنفروشی، نابودی محیط زیست و حیات وحش، افزایش آمار اعتیاد، خودکشی و طلاق از دستاوردهای انقلاب شکوهمند 1357 و حکمرانی آخوند است. پیش از انقلاب 1357 در ایران، روحانی ممکن بود قاضی یا محضردار باشد، اما بعد از انقلاب 1357 دخالت روحانیون در همه ارگان‌ها و سازمان‌ها وجود دارد. در کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی، ادارات دولتی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تیم‌های ورزشی و باشگاه‌ها، بانک‌ها و غیره حضور دارند. به عبارتی با نام‌های نمایندگی ولی فقیه یا نام‌های دیگر بر مدیریت کارها و پرسنل در اکثر سازمان‌های فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی دخالت می‌کنند. حتی عده‌ای از روحانیون که با بعضی اقدامات سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی و فرهنگی حکومت معترض بودند، با مجازات‌های سنگین مانند زندان، تبعید و خلع از لباس روحانیت محکوم شدند. در این سالها شاهد گسترش یافتن نسل جدیدی از جوانان غیر مذهبی و غیر دینی در خانواده‌های کاملا مذهبی در ایران هستیم. نرفتن به مساجد، حسینیه‌ها، روزه‌ها و تعزیه‌ها، انجام ندادن واجباتی چون نماز خواندن و روزه گرفتن. اعتقادی به وجود امام زمان ندارند، چه برسد به ظهور ایشان. شک داشتن به بسیاری از باورها و اعتقادات مذهبی به خصوص وجود خدا، بهشت و جهنم، پل صراط، قیامت، امداد غیبی، معجزه و غیره. پرسشی که مطرح است این است که چرا در کشوری مثل ایران که حکومتی اسلامی دارد و نام حکومت را جمهوری اسلامی گذاشته‌اند و در همه ارگان‌ها و سازمان‌ها به خصوص در آموزش و پرورش رعایت شؤونات اسلامی الزامی است و بر پایه قوانین اسلامی انجام می‌گیرد، چنین شک‌گرایی و بی‌باوری و بی‌اعتقادی را شاهد هستیم؟ جواب: تعصب‌های مذهبی به وجود آورنده خشونت و نزاع، درگیری لفظی و کلامی، تکبر و فخر فروشی، کینه‌ورزی، بی‌احترامی و بی‌حرمتی به اشخاص تنها به دلیل افکار و عقایدشان، تخریب دیگران، حرف‌های تمسخرآمیز و فحاشی، دامن زدن به اختلافات بیشتر و در نهایت ایجاد جنگ خونین خواهد بود.
مهمترین موارد شکلگیری باورها و اعتقادات فرد عبارتند از پدر و مادر و به طور کلی خانواده، تجربیات شخصی، آزمایشات شخصی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، تحصیلات و آموزش و پرورش و رسانه‌های اجتماعی و خبری. به این ترتیب فردی که در کشور ایران تحت سلطه آخوند و نظام آخوندی زندگی می کند، پس از مدتی با تناقض‌گویی‌های آخوندها روبرو می شود که این مسئله شک‌گرایی را در وی تقویت می کند. اگر این فرد اهل دانش و مطالعه باشد، با خواندن چند کتاب و چند مقاله مذهبی و غیر مذهبی به خدعه و تقیه آخوندها پی خواهد برد تا جایی که سبب بی‌اعتمادی و تنفر مردم از آخوند و روحانیت شده است. این مختصری از ارائه پایان نامه ام بود که از چند کتاب و مقالات و سایت‌های مذهبی و تاریخی بهره برده بودم. استاد راهنمای من آقای مسعود سازنده از دوستان پدرم محسوب می‌شد. به من گفت از تو که دختر آخوند هستی انتظار چنین پایان نامه ایران نداشتم. بهتر بود رشته دیگری را انتخاب می‌کردی. باید می‌رفتی رشته تاریخ یا باستان شناسی. من به تو چه نمره‌ای بدهم؟ گفتم استاد من حقایق جامعه را بیان کرده‌ام. خودم دختر یک آخوند هستم و تجارب خودم را نیز به عنوان محقق و نویسنده آورده‌ام. منابع تحقیق و پژوهش خود را هم ذکر کردم. مشکل کجاست؟ گفت مشکل این است که تو به روحانیون و لباس روحانیت توهین کرده ای. من دو پیشنهاد برایت دارم. یکی این که مواردی را باید حذف کنی که علامت گذاری کردم. دیگری این که تا زمان داری موضوع پایان نامه ات را تغییر بده. اگر کاری که گفتم را انجام ندادی هم نمره ات را نمیدهم و هم به پدرت در مورد پایان نامه ات میگویم. گفتم من در پایان نامه ام به کسی یا چیزی اهانت نکرده‌ام. گفت آنجایی که از اقدامات رضاشاه و محمد رضا شاه نوشتی و از آنها تمجید می‌کردی و از عملکرد آخوندها انتقاد می‌کردی. گفتم استاد آنچه را که در تاریخ ثبت شده است نوشتم. نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم. گفت آنچه را که گفتم انجام بده. فقط 2 ماه به تو فرصت جبران می‌دهم. از این فرصت نهایت استفاده را بکن. یا پایان نامه ات را با موضوعی دیگر ارائه می دهی و یا همین پایان نامه ات را اصلاح می کنی و تحویل می دهی. نگاهی به پایان نامه ام انداختم. بیشتر مطالبی را که نوشته بودم توسط استاد سازنده علامت گذاری شده بود. چاره ای نداشتم. دوباره باید از صفر شروع می کردم. موضوع پایان نامه حجاب و پوشش. امروز واژه حجاب در زبان عامه مردم و متون فقهی به معنای پوشش شرعی زنان به کار می رود. حجاب در لغت به معنای مانع، چیزی که بین 2 چیز جدایی افکند، پوشاندن و پوشش است. کلمه حجاب از نظر اصطلاحی وجود و ماهیت اسلامی دارد، به این معنی که به پوشش زنان در اسلام حجاب میگویند. حالت پوشیده بودن را پوشش میگویند. معنای لغوی پوشش عبارت است از پوشاندن چیزی، هر چیزی که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک، لباس، محافظت. انسان در آغاز برای پوشاندن بدن خود از چیزهای طبیعی استفاده می‌کرد. نقل است که نخستین بار حضرت آدم و حوا برای پوشاندن برهنگی بدنشان از برگ درختان استفاده کردند. پوشش زنان در ایران باستان به پوشش زنان در ایران از تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران اشاره دارد. پیکره‌ها، نقاشی‌ها، حجاری‌ها، سنگ‌تراشی‌ها و نوشته‌های باقی مانده از آن دوران حکایت از توجه به امر پوشش توسط زنان در ایران باستان دارد. در زمان قاجاریه مذهب بین مردم بیشتر رواج پیدا کرده بود و زنان از پوشش کامل چادر استفاده می‌کردند. تاریخچه حجاب در ایران مانند سایر تمدن‌های باستانی تا هزاران سال قبل از میلاد مسیح قدمت دارد. حجاب در ایران از دوران باستان میان زنان رایج بوده است. در عربستان کنونی آیین بت‌پرستی رواج زیادی داشته. ادیان آسمانی نیز پیروانی در میان اعراب داشتند که در مناطق گوناگون آن پراکنده بودند. یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و حنیف. بت‌پرستان برای آیین حج یا تقدیم قربانی به زیارت کعبه می آمدند. حجاب اسلامی یک تفسیر خاص از قرآن و فقه اسلامی در فرهنگ اسلامی است که به پوشش شرعی در مقابل نامحرم به ویژه برای زنان اشاره دارد. حجاب می تواند انتخاب خود زن باشد و یا یک عمل تحمیلی از سوی خانواده و جامعه باشد.
تحمیل حجاب بر زنان و دختران می‌تواند آنان را از حقوق و آزادی‌های اولیه مانند تحصیل، مشارکت در زندگی اجتماعی، کار، ورزش و استفاده از ترجیحات شخصیشان محروم کند. حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود دارد. مسئله حجاب 7 مرتبه در قرآن در سوره‌های اعراف، اسراء، مریم، صاد، احزاب، فصلت و شورا مورد اشاره قرار گرفته است. اما تنها در آیه 53 سوره احزاب به معنای اصطلاحی حجاب پرداخته شده است. این آیه معروف به آیه حجاب است. مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان مورد توافق تمام فرقه‌های اسلامی است، اما در حدود لازم آن اختلاف‌هایی گزارش شده است. پوشاندن تمام بدن جز صورت و دستها را فقهای شیعه و سنی واجب دانسته‌اند و در برخی منابع فقهی از اختلاف در وجوب پوشاندن صورت و دستهای زن سخن به میان آورده‌اند. حد رعایت حجاب از جانب کنیز با حد حجاب از جانب زن آزاد متفاوت است. از دیدگاه فقها حجاب یکی از احکام اسلامی است و اصطلاحاً عبارت است از پوشاندن ضروری مو و سایر اعضای بدن به جز صورت و 2 دست و گاهی 2 پا توسط زنان مسلمان تنها در صورتی که کنیز نباشند در برابر مردانی که طبق شریعت اسلامی نامحرم شمرده می‌شوند. درباره پوشش مردان نیز حداقل مقدار پوشش واجب حفظ عورتین است. حجاب می‌تواند به اشکال مختلف باشد ولی به طور خاص به روسری و پوشش سر زنان اطلاق می‌شود که دور سر پیچیده می‌شود. مو، گردن، گوش را می‌پوشاند اما چهره نمایان است. حجاب که به عنوان یکی از احکام وجوبی اسلام است در واقع به این معناست که زن هنگام معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازد. گاهی به جای حجاب از عنوان رعایت عفاف استفاده می‌کنند و آن را از مختصات ارزشی زن مسلمان می‌دانند. پوشش و حجاب از دید علما و فقها یک آموزه و دستور دینی است که مبتنی بر آیات، روایات و احکام است. حجاب به معنای پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم از احکام ضروری دین اسلام است که در آیات قرآن و روایتی از پیامبر صلی الله و ائمه معصومین آمده است. در ابتدای انقلاب 1357 مسئله اجباری کردن حجاب موجب اختلاف میان علما گردید، به طوری که حجاب زنان به موضوع پرتب و تاب بدل شد و رفته رفته حجاب اجباری شد. اولین جرقه‌های حجاب اجباری در اسفند سال 1357 یعنی کمتر از 1 ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. آیت الله خمینی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن بارها تاکید کردند که در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، چرا که یک شیء و یک عروسک نیست. پوشش دانش آموزان دختر شامل چادر، مانتو، شلوار و مقنعه و یا مانتو شلوار و مقنعه می باشد. از حجاب کامل به عنوان چادر مشکی یاد می کنند که آن را مانع تحریک مرد می دانند و دلیلشان این است که وقتی مردها تحریک نشوند آرامش روانی برای مردان و زنان ایجاد می شود. غافل از اینکه اگر مردی خودش بیمار روانی و بیمار جنسی باشد دیگر برایش فرقی ندارد آن خانم حجاب و پوشش مناسب دارد یا خیر. فلسفه حجاب در اسلام را این گونه شرح می دهند: آرامش روانی، پایداری خانواده، استواری جامعه، حفظ ارزش و مقام زن. مجموعه آیات و احادیث بیانگر این هستند که هدف و فلسفه وجود حجاب اسلامی ایجاد تزکیه نفس، طهارت و عفت و پاکدامنی در بین افراد جامعه و ایجاد صلح و آرامش و پیشگیری از فساد است. وقتی به مرد مجوز خیانت به همسر را داده است و او میتواند 4 همسر دائم و بقیه صیغه داشته باشد، پایداری خانواده کجا خواهد بود؟ استواری جامعه کجا خواهد بود؟ کرامت انسانی و حرمت و مقام و شأن زن کجا خواهد بود؟ وقتی مرد در اسلام به راحتی میتواند به همسرش دروغ بگوید و خیانت کند، آرامش روانی و سلامت بهداشت روانی در خانواده وجود خواهد داشت؟
مسلماً پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است. امنیت، رفاه، آسایش، آرامش، سلامت جسمی و روحی زنان و استحکام خانه و خانواده با حجاب و پوشش ایجاد نمی‌شود، بلکه در زمانی به وقوع می‌پیوندد که جنس مخالف زنان یعنی مردان به آنها زور نگویند، به آنها چیزی را که خواهانش نیستند تحمیل نکنند، مثل ازدواج و حجاب. آنان را جزو مال و اموالشان ندانند، آنان را کتک نزنند، به آنان حیوان نگویند، ناقص الارث ندانند، ناقص العقل ندانند، ناقص الایمان ندانند و غیره، که همه اینها متاسفانه در قرآن و اسلام وجود دارد و زن را این گونه تعریف می کنند. از اینها گذشته در این سالها شاهد بودیم که در یک خانواده مادر چادری و دختران مانتویی بودند و این امر چه اشکالی دارد که آن را به بی‌حجابی و بدحجابی تعبیر می کنند. هر کسی باید آزادی عمل داشته باشد. این خلاصه ای از دومین پایان نامه‌ام بود که برای آن از سایت‌ها و کتاب‌ها و مقاله‌ها بهره برده بودم و برای تکمیل آن هم تحقیقات میدانی که از سطح جامعه کرده بودم را ضمیمه کردم. پایان نامه را خدمت استاد راهنما آقای سازنده بردم. بعد از بررسی آن به من گفت: من به تو چه نمره‌ای بدهم؟ نمره 9 چطور است؟ گفتم: استاد، من برای ارائه این پایان نامه تلاشم را کردم. حق من این نمره نیست. گفت: به حرمت نون و نمکی که با پدرت خورده ام به تو نمره 12 را می دهم. گفتم: استاد، این نمره خیلی کم است. از واقعیت هایی که در جامعه اتفاق می افتد که نمی توان فرار کرد. نمی توانیم که خودمان را فریب دهیم. جامعه در حال تغییر است. نگرش و عقاید و باورهای افراد تغییر می کند. باید واقع بین و واقع گرا بود. به هر حال باید حق خودم را می گرفتم. هرچه اصرار و پافشاری کردم فایده ای نداشت. نهایتاً نمره 13 را برای پایان نامه‌ام ثبت کرد.